سلام و درود و خوش آمدید به برنامه سوگند به قلم. چون بسیاری ها برای من گفته بودند چرا سوگند به قلم، چون از همه دیدگاه برای من خوب آمد و خوش آمد و برادران نیز با بعضی برادران در این باره صحبت داشتیم، گفتن خوب هست. این به اون معنا نیست که ما سوگند میخوریم به چیزی. ما همچون مسلمان به این باور هستیم که تنها با خدای پاک میشود قسم خورد و این سوگندی ما همچون یک هم سوگند علمی و هم سوگند سیاسی است که برای تمام دوستان و عزیزان انشالله که خوش آمده باشد. شما میتونین که با این لینک نوشته من در صحبت شامل شوین. انشالله با از خدا که ما میتونیم در اینجا صحبتی داشته باشیم و خوش آمدین به این برنامه دیگر. راستی یک هفته انتظار بودم که باز با شما در صحبت بیایم و خدا را شکر که خدا هم به ما توفیق عطا فرمود که دوباره با شما در صحبت باشیم. انشالله که یک صحبت خوبی داشته باشیم، یک صحبتی که برای همه ما و شما خوش باشد. بله، این وطن است که ما و شما را یک جای میکند. این دوست یعنی محبت وطن در دلهای ما جوش میزند که ما امروز در اینترنت و در دیگر جایها همدل هستیم، همگپ هستیم و در این برنامه هر یکی شما میتوانید صحبت بکنید، هر یکی شما میتوانید در اینجا حرفی خود بگویین و از آن دوستانی که میخواهند در اینجا صحبتی داشته باشند تشکر بفرمایید، صحبت بکنین. و موضوع امروزه ما درباره عوض شدن اقلیم و درباره اینکه چرا اینقدر گاز و بنزین و دیگر چیزها روز تا روز قیمت میشوند، از آن جمله در تاجیکستان، و کی میخواهد که اینقدر نرخ‌ها قیمت باشند و مسئول این همه قیمتی و بدبختی کی هست. دوستان عزیز، اینجا نگاه میکنیم که برادر ما عمر در پخش زنده ما حضور دارند. برادر عمر انشالله که بفرمایین، با شما صحبت خواهیم داشت. سلام علیکم. علیکم. خوب هستین؟ تشکر، بفرمایین. من نمیدونم چرا صدای شما را نمیفهمم. صدای من کمانچر همون طرف برنامه که است از سیم ریاد همون جزیر بکنین، همون خطا که سیاه بگیرین بهتر میشه، چون که برنامه را کمتر بیزت کردگی هستن. سیم ریاد صداتون نمیدونم سواج چی باشه، صدای شما نفهمیدم. خب بازی از نو داخل بشم. خب این اولین برنامه هستم، به همین خاطر شاید که بعضی مشکلات تکنیکی پیش بیایند، اما انشالله باور دارم که صدای ما را خوب داشته باشین و صدای ما اگر که به شما هم نآید مثل برادر عمر میتوانید که با ما در تماس شوید و بگویید که در حقیقت صدای ما را شما هم ندارید. خب این کمی انتظار میشیم که همه دوستای ما، همه برادران در اینجا حضور پیدا کنند و چون که ما از پیش آنقدر برای مردم این لینک این برنامه را روان نکرده بودیم و خواستیم که چون وقتش نبود کمی انتظار شویم که ما بعضی چیزها را در اینجا آماده بسازیم. خب چون که شما میبینید ما دومین برنامه ما هست و به همون خاطر شاید که بعضی مشکلات پیدا شود، مشکلات تکنیکی، اما انشالله در رفع برنامه ما اینها را درست خواهیم کرد. خب یک نفر در تماس هستند، میتوانیم که با او در صحبت باشیم. بفرمایید برادر محمد. السلام علیکم اکرم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر همه اکران تونده در روی شما یک کوادرات نی چیه همه چخل بگم رنگ خود یک کارتینکا و یک کوادرات همون را می گرفتیم با خشرو نمایان میشیدین. این برنامه تون چخل بگم ای چی شروع کنیم برنامه آزاده چی تریه نفهمیدیم شما هم دیدیم داخل شدیم. شما میتوانین آزاد صحبت کنین. بله، چون که امروز ما تیارگی خوب دیده بودیم
و بعضی از چیزهایی که در کاری بودن همونا را درست کردیم تا اینکه افیر خوبتر شود و شما را خوبتر ببینین. شاید که اون کامرایی که در ما درست کردیم اون کامرا نشان بده، به همون خاطر راستی ایرا باید کمی انتظار باشین که من ایرا درست بکنم و یا اینکه همینطور دیگه گپ میزنیم، به خاطر که من نه خیش این یگان چیزی نداره برادر. فکر میکنم که ما در حال حاضر هیچ چیز گرفتن نمیتونیم، چون خیلی چی نمیکنه، هیچ قسمی نیست برادر. نو کار سرشیده ایشالله که کار شروع کردیم، بهترین کار او دردی بخیر ایشالله بعد در آینده ساز میشه. و درباره نرخ نوا بود به فکر من چیزی شما مثل برنامه امروز میخواستیم که درباره نرخ نوا و چرا بنزین و گاز و دیزل این چیزها در تاجیکستان قیمت شده هستند و مشکل در چی هست و اینکه من فکر میکنم که امروز باید تمام برنامه‌های ما درباره همین بی‌برقی مردم تاجیک باشن و درباره اینکه مردم ما کمی بگیم که تنقیص بی‌برقی را میکشن. و شما خود شما در تاجیکستان هستین یا در همین طرفای روسیه؟ در طرفای روسیه برادر. ما که رفتن نمیتونیم، چند سال شد که ما محرومیم از تاجیکستان. چرا شما محرومین از تاجیکستان؟ برای گپی حق زدم برادر. اکستریمیست خواهین ملت برای بود کراچی دلمون زدم. ای خوب، امروز من همیشه میگویم که هر چند که اگر فرعون ها زیاد شوند همون قدر موسی ها زیاد میشوند، همون قدر مبارزه زیاد. اینا هیچ وقت فکر نکنن که ظلم بیشتر میکنن و مردم ما از این ظلم خسته میشن و همه میگن که مایلشه که هر کاری که دوست داری بکن، اما این طور نیست. هر قدر که ظلم باشد همون قدر هم انسان‌های پیدا خواهد شد که بر ضد ناعدالتی مبارزه برند، بر ضد ناحقی ها و آن مشکلاتی که امروز در جامعه ما هست. مردم حتما اینها را خواهند گفت و انسان‌ها پیدا خواهند شد که در این باره ها صحبت کنند. خوب بفرمایید برادر. حق گفتن هم جیات ہے برادر علی اسلام. ما این راه را انتخاب کردیم و این راه بر نمیگردیم. یک دوستای عزیز، متاسف هستم امروز میخواستیم که با 4K در این برنامه را تشکیل بکنیم و چون که شما میبینین که این مشکلات تکنیکی داریم، به همون خاطر شما ناراحت نشوین. حتما ان شاءالله برنامه را دوام خواهیم داد. در این برنامه ما صحبت ها زیاد خواهند شد و برادری که باز هم میخواین داخل بشین صحبت بکنین، چون من چنین انتظار رو نداشتم که در برنامه چنین مشکلات ها پیش میآیند، اما خب به هر حال خدا را شکر و این مشکلات همیشه از بین میروند. همیشه وقتی که ما یک کار رو آغاز میکنیم در اول خیلی مشکل هست و همین است که در زندگی ما وقتی که یک کار برای ما مهم است در اولش مشکلات ها پیدا میشن. در اول اون بعضی مشکلات های پیدا میشن که ما و شما دوستای عزیز از اون مشکلات ها دور نیستیم و اما انشالله که کوشش میکنیم که در برنامه‌های دیگر این مشکلات نباشند و بیشتر بتوانیم که خدمت شما را بکنیم. بفرمایید برادر عبدالله.
برادر عبدالله بفرمایید صحبت کنین. بابای دانا علیکم السلام، شوخ آمدید برادر عزیز. بابای دانا نوشته‌های شما رو از اولی برنامه دیده ایستادم. راستی نفهمیدم که شما این نوشته‌جات رو در کجا نوشتید، چی طور این کار رو کردید. ماشاءالله بسیاری هستن که در اینجا بسیاری چیزا در میدونن و ما که خیلی دور بودیم و چند وقتا در یوتیوب نبودیم. از اول وقتی که در یوتیوب پیدا میشه بسیاری صحبت ها هستن و همه درد دل وقتی که برای مردم میگویید، بعد وقتی میشه که باید دیگه ایجاد بکنی. وقتی که ما مثلا چیزهایی هستن که اونها در درد دل ما هستن که اونها رو ما میگوییم و بعد وقتی که سالها میگذرن باید دیگر ایجادکار باشی، برای مردم ایجاد کنی و اون ایجادیات برای مردم خوش میان یا نه، اون قدر یعنی انتخاب هر کس است. به همون خاطر اگر نقل امو یک نفر با خرش اگر دیاد داشته باشین، وقتی که یک پسر و با پدرش در راه میروند، اول پدرش نشسته است در خر، یک نفر میبینه میگه که این قدر پدر بیرحمی کودکت در خر ننشاندی، خودت شاید اینجا. بعد باز کم دورتر میروند و پدرش از خر پایون میشود و پسرش هم میشناند. وقتی که پسرش هم میشناند، پسر باز یک رهگذر دیگه در اونجا پیدا میشد، میگه چقدر پسری بی عقل بی آداب که پدرش در پیاده راه میرود و او در خر سوار است. بعدی که باز هر دو سوار میشن در خر، باز هم میرن در راه که یک نفر پیدا میشد، میگوید که اینا چقدر بی رحمن که این حیوانی بیچاره اینقدر اذیت و عذاب میدهند و با این کار به انجام نمیرسد. بعدتر دورتر میروند و باز میبینن که وقتی که هر دو از خر پیاده میشوند، یک نفر دیگه پیدا میشه میگه که اخی خرش مو چکور میکنی، شما در این خر سوار نشوین، اخی کار یگون این خر یگون برای شما کمک نکنه، عجب انسانای احمق بستین. و بعد این پدر به پسرش میگوید که همین طور از زندگی هر کاری که میکنی، هر کاری که میکنی نفری پیدا میشود که او را نه میکنه و نفری پیدا میشه که او کار طرفداری میکنه. به همون خاطر ما با این چیزا آموخته هستیم. برادر ایرج بفرمایید. هلو. بعض نفرات داخل میشوند و باز صحبت نمیکنن. در اینجا یک نفر میخواست صحبت کنه باز خارج شد. بابی دانا، من نوشتجات شما را خواندم و تشکر زیاد که شما در اینجا هستین و چیزی می نویسین. دیگر همین قیمتیه که امروز در کشور ما به نظر می رسد و در مشکلاتی که مردم ما امروز در عمق مشکلاتی بی برقی هستند و از این طرف از اون طرف میگویند که ها امروز برق می شود فردا برق می شود، اما این گپ ها همه دروغ هستند. برق یک جا پیدا میکنن وقتی که برق تاجیک میلیاردها سامانی قرضدار هست و وقتی که برق تاجیک قرضدار هست، این به این معنا هست که دیگر آنها نمیتوانند برق را به شهروندان خود بفروشند. یعنی برق هم از تاجیکستان است، از تاجیکا است، اما به شهروندان خود فروخته میشه مثل همه جا، اما همون برقی که فروخته میشود همون رو نمیتوانند برای ملت بدهند. و من الان کوشش میکنم دوستای عزیز همون کامنتاری های شما رو بخونم. خوب، کامنت های شما فکر میکنم که تنها با سازی نغزی همدیگر تموم شده ایستادن و یک نفر دیگه داخل شد. بفرمایید برادر عزیز. بفرمایید. خب اینا با فکرم خواستن فقط تکراری داخل شدن و کمی ما هم سازتر بشینیم که این کمی ناراحت ساخت. بسم الله. برادر خطلان بفرمایید صحبت کنید. هلو خطلان.
خوب دوستای عزیز، میریم به برنامه و هر نفری که میخواد اینجا صحبت کنه میتونه داخل شود صحبت کنه. و این چون که در اولی برنامه گفتم، این وطن است که ما و شما را یک جای میکند و به خاطر وطن امروز داریم ما در اینجا نشسته با هم دیگر صحبت میکنیم. من به این باور هستم که یگانه راهی که مردم ما از مشکلات بی برخی خارج میشوند و مردم ما از این مشکلات مهاجرت خارج میشوند این است که ما بیاییم با یک جایگی مبارزه بریم برای طلب کردن حق خود. و در اینجا است که ما و شما میتونیم که با مبارزه و با آن مبارزه دلیرانه‌ای که ما و شما آن را میتوانیم ببریم و این ظالمان و آن نفرایی که با ما و شما ظلم میکنن آنها را از بین بریم و در این وقت میتونیم که ما و شما یک جامعه بسازیم، یک کشور بسازیم که در اون کشور هر یک فرد اون کشور بتواند که زندگی کند. و این مهم، یک چیزی مهم از دوستای عزیز که را باید همه ما و شما بدانیم، چیزی مهم همی است که تا زمانی که یک ملت خودش از پی مشکلات خود نشود و در پی حل مشکلات خود نشود، هیچ نفر از هیچ کجا نمی آید و مشکلات آنها را حل نمی کند. چون که شما میدونید ما زیاد کوشش کردیم و بسیاری برادران کوشش کردند که با تمام کشورها در صحبت باشند، تمام حقوق بشر و دیگر آنها گفتن که ما شما را تحویل میکنیم به ملت و بگذار که ملت شما را یاردم کنه به خاطری که از ظلم بفرویه. به همون خاطر و باز هم در این برنامه ما میخواهیم درباره همون ناحقی هایی که در کشور ما هستند و آن مشکلاتی که امروز ما با اون مشکلات دچار هستیم صحبت بکنیم، مثل همه برنامه‌های دیگر. ان شاء الله که خسته نشده باشیم. برادر الماس بفرمایید. سلام علیکم. صدای شما نمیاد. اینه صدا تو خاموش است برادر. شما میتونید در موجه نه بفرمایید دوستی. ان شاء الله صحت شید. سلام علیکم به تماشاگران شما، به شما هم همچنین. درباره سوید گپ زده سعوده امروز راستیش در ناحیه ما ای سحری تا این حاضران نکشتیانش رکورد. یعنی شما از این خوشحال هستید که یعنی نگاه کنید که ما به یک جامعه تبدیل شدیم که یعنی برق یعنی سوید در همه دنیا برای یک چیزی نیست که مردم خوشبخت باشن که ما سوید داریم. یعنی ما در یک سطح امروز اومدیم رسیدیم که باید به خاطر یک روز برق داشتن هم خوشبخت باشیم. نه بله امروز اونا زنگ زدم راستیش گفتم ای سحر که سوید نمرده راستیش بلکو ایتا تلویزیون میگن نمیخیزن. مقصد که امروز همین وعطر خودمونه که امروز سوید هست در ما، اگر خاموش بستن مردم هم 2 ساعتیش هم نمیتیم. یعنی همین باید ما با چهره به چهره باید برویم درد دل بکنیم با حکمت. این حکمت تون نگویی رنگ هم خری سیخالا رو پیش نمی رود. اینا باید ما بگیم که این اصلاح شود. بله یعنی همین مبارزه و همین حقگویی مردم که امروز دارن مبارزه میبرن، همین باعث شده است من فکر شما که حکومت هم دیگه مجبور است که با مردم باشد، مجبور است که دیگر گپ مردم رو گوش کند. یعنی این همان از دوستای از ما همین را میگیم که اگر که مثلا امروز جامعه برای آینده کشور، یعنی مردم تاجیکستان برای برق داشتن، برای زندگی خوب، اگر یک قدم بگذارن خداوند 10 قدم به طرف آنها میگذاره. و ما و شما میدونیم، باوری کامل داریم که همان قدر اگر باز هم تکراری نشود، فرعون ها زیاد شوند، موسی ها هم زیاد میشوند. و ما در این مشکلاتی که امروز گرفتار هستیم، تنها یگانه راهی ما گفتن حقیقت و شنواندن مردم که ما نمیخواهیم چون این مشکلات داشته باشیم. و این هم باید تشکر گفت به همه برادرای مبارز که با حقگویی و با اون مبارزه مخلصانه که میبرن، خالصانه برای مردم خدمت میکنن. الحمدلله که هم یک روز هم باشه، یک روز برق باشه، خوب ایرم یک نعمت بزرگه دوستی عزیز. بله بعد گفتنی همیشه که مقصد مردم که بخزه درد دل تونه بگیم تا کیا میشنی خط، تا کیا بخزه گپ زنه. نه برادرها بسیار شدگیان، چند تا میبرن محکم مینن، چند تا میبرن گپ میزنن، همه آدمایش که میبرن گپ میزنن، بالاخره
برای دستگیریشون بکنه، بمونه لایک دیلیت کنه، یک کس ببینه بفهمه گپایی که مردم در جمع برای گپ میزنن. یا خیلیش خواه در تماشا نمیکنه. من در معرکه بودم، همین بازی برادر محمد اقبال صدردین برنامهش رفته سود، یک گفت مونش برای هم گفت 4 آدم بیکاره، این تغییری نمیگیره و خدا اونجا. من در کارم باشم، در گجای باشم، فرمای افیر باشم، من کار میکنم که در همه فرمای افیرها بدرم یک چی بگم. این مردم نمیدونم خواه برای هم خودت با خوبتر بلدی مقصد در سخن گفتن یک خیلی بگوشو که مقصد به زبان ادبی که مقصد کمکی بدروی گوش کنه، عدلیت کنه، همدیگه فهمی باید باشد بین ما. فکر میکنم که مردم ما تا حاضرم که باشد به قوه میدیا و به قوه اخبارهای عمومی باور ندارن. در تمام کشورهای دنیا مردم کار میروند، کار میکنن، اما اگر که نگاه کنید در همه جا هم کامنت مینویسن، شرح مینویسن و آن چیزهایی که برای اونها خوش نمیاد این چیزها را برای حکومت خود میگویند. اما در ما همیشه دست که خیلی نابودش میرم در روسیه کار میکنم، یک 10-15 هزار دلار کار کنم، بیام یک خونه میگیرم یا ماشین میگیرم. خیلی ماشین گرفتی ماشین با چیه ماشین های میگیرم، میان ماشین میگیرن دنگلش میگیرن، بعد ایس میگن که خیلی نابودش ماشین گرفتیم بریم یک سالگه برای بنزینش کار کنیم. اون روز یک کودک مجبورم کرد که یک افسانه بگو. گفتم من اونقدر افسانه های زیاد نمیدونم. بعد یک افسانهش گفتم که به دست یک پادشاه بوده است، به دست یک پادشاه بوده است. گفتم بسیار پادشاه ظالم بوده است و به خاطر که مردم فهم بکنه اول گفته است که من فقط یک تراکتور دارم، یک تلشکه، با همین تراکتور تلشکه برادر ما یگان کار نمیکنیم، نه که بعد چند سال که گذشته است او تلشکه 10 تلشکه شدن و بعد از او دیگه هم پل جمع کردن، او تلشکه را پل کردن، دیگه اون پل نمونده است. بعد راهش جستن که یک جای پل کار کنن. بعد در فکر زدن که همین مردم ما ماشین دوست دارن، بیاین ده همین نالوگ ماشین زیاد کنیم، همین راستموش که ماشین قیمت کنیم. مردک مثلا 3000 یورو در ماشین میخرم، یا 2000 یورو دیگه در راستموش کش میکنه. وقتی که راستموش کش میکنه میاید خوب دیگه پل نداره، باید فکری دیگه کنه. یا فکری دیگه شو همی که اومدن این دفعه گفتن که خاکی این پلی راستموش کس او سو یا بلو کنیم که همین بنزین گاز قیمت کنیم که همی که هم پل شو ای راستموش کا بگیریم هم ای طرف. یعنی همه خیلی کردگن که اکثر مردم ما نمیدونن، اما باید این چیزا بدونن اکثر مردم ما و بفهمن، دربارش فکر کنن که امروز هر مهاجری که به اعتنایی میکنه، به توجهی میکنه درباره سیاست کشور، درباره مشکلاتی که امروز ما و شما داریم، خطای بزرگ میکنه. به خاطر که نگاه که 10 ساعت 15 ساعت در یک روز یک مهاجر در روسیه کار میکنه و قریب 80% کارش، 80% پولش در جیب یک خانواده میروه. یعنی این چیزی هایی که این اگر انسان فکرش نکنه واقعا یک جای تاسف است. بله راست 100%. خیر من همین گفتنیم که مردم تاجیک برادران مبارز دستگیری بکنه. تشکر زیاد دوستم که داخل شدین و خوشحال شدیم که شما را دیدیم. ان شاء الله باز هم اگر دوستا باشن میتونین داخل شوین، میتونین صحبت کنین و ان شاء الله که در این 2 ساعت آینده بتونیم که در خدمت شما باشیم. و طرفداران جناب عالی در کجا هستن که داخل نمیشون؟ جناب ان شاء الله که اومدن من همینجا بعد میگم که خاطر اول یک صحبت کنم. تمام فیراتت میکنم که اومدن فیراتت میکنم. بیاین. بله خداحافظ. الله باشین، موفق باشین. بفرمایین برادر تبربک. سلام علیکم. سلام علیکم. همون از کیکای سیاه تو نشون ندین، اما روی سفید خشروتون نشون بدین. برادر من مخالفم. من مخالف حکومت. من نمیدونم که بعد حکومتی آدمخوار دست پس من شود، از پس شما هست بس اون که پس ما شود. برای همون میبخشید من کمی دیر در اومدم. موضوع چی؟ موضوع
موضوع امروزه ما راستی تغییرات اقلیم بود و تغییرات اقلیمی و قیمت شدن گاز و بنزین و مواد سوزشواری در کشور. اما هر یک نفری که چی دردی دارد چی غمی دارد میتواند در این برنامه صحبت کند. این من در همون موضوع میتونم با شما هم صحبت کنم. برادر منوچهر، من انا یک آدمی یک توجیکی شهروند دیگه دولت هستم، نیک توجیکم. برای همون همه وقت میبینم که در همین تاجیکستان ما یگان پیشروی نیست، من فقط به گریه میبیارد. من میخوام که تاجیکستان در کجایی که نامش گیرن ما یک فخر کنیم که ما تاجیکیم. عروسی کرده گویم که سجلین ما همینه کردن نمیتونیم. من بسیار وقت مهاجرا خطی کار و بار دارم. همین حکومت آدمخور مردم بسیار سطحش پس کرد. من دورای اتحاد شوروی بسیار همین روسیه می آمدم، در روسیه می گشتم، با مردم کار بار داشتم. ما مردمی سطح ما بلند بود. این همین خیلی حاضر در همین تاجیکستان هم خیلی شده است که سطح مردم به یک درجه من نمیتونم خیلی گویم، برای اون که ما نه باغچه درست داریم، نه مکتبی درست داریم، نه محیطی داریم که در همون محیط مردم توپ میخورن. وقتی که در محیط مردم سطحشون بلند باشد، خواهد نخواهد شما هم در همون محیط که تربیه یابد سطحشون بلند میشود. من آدمی تکجای دوشنبه. برادر عزیز، با فکر شما که کلان سال هستین و دوره شوروی را در یاد داریم، یعنی چی شد که ملت ما، من فکر میکنم که بعد از اینکه ما انقلاب کردیم، بعد از اینکه بگیم که انقلاب شروع شد، بعد از اینکه اصلا از شوروی پاش خورد، یعنی من همچون یک نفری که در تاجیکستان کودک بودم احساس یعنی زندگی به این طور به این حال بد نبود که مردم فکری خود را نگویند. یعنی چی شد که یک باره در همین 15 سال اخیر ما با یک مشکل دوچار شدیم که دیگر نمیتونیم از این مشکل خارج شیم؟ این به اعتنایی یعنی به توجهی مردم بود، یا اینکه از اول همین حکومت با ظلم و با ستم مردم را میانش را شکست؟ با فکر شما مشکل اساسی در چی هست و با چی خاطر امروز یک فرزند تاجیک به خاطر تاجیک بودنش فخر کردن نمیتونه؟ من شما رو بفهمونم. یکمش بعدی در این تاریخاً اثبات کرده شده است که بعد همین شورش و ریولوت یگان وقت آدمای درست در سر دولت نمیاد. در سر دولت ما یک آدمای آمدن که هیچ خیلی سطح ندارن. وقتی که رهبریت سطح در عائله را گیرید، اگر شما آدمی پیشرفته باشه همه وقت حرکت میکنه که فرزنداتون پیشرفته باشه. در عائله اگر تاجیکستان عائله گیریم، یک آدمای اومدن که بغیر از تلاش، بغیر از منفعت خود دیگر یگان منفعت تاجیکا رو نمیبینن. نگاه کنید بسیار همون خرلوس، من برای چاپلوس نمیگویم، همون خرلوس ها برآمد میکنه تاجیکستان پیش از کرونا. و شما گیرید یک ستیستیکی جهانی را گیرید، سطح تاجیکستان در کجا است؟ در بین دولت های همون پیشی SSR گیرید، ما در کجاییم؟ ما از همه قفا. بسیارش میگو که در همه دنیا مهاجرت هست و درست به این مقدار نه. به این مقدار نه که حتی یک سیاست دولت یعنی وابستگی از مهاجراش داشته باشه. یعنی وقتی که کشور ما تاجیکستان یک کار میکنه، از روسیه طرف میگنش که ای با خبر باشه که مهاجرات در همه جهان خدا نکرده همه 300-400 هزارش اگر ما دپارتاسیون کنیم روی کنیم قهرت کندگی ای دیگه مجبور میشه که ای گپی گفتگی خودش ناشرمیده بگرده. یعنی ما واقعا همون استقلالیتی که میگویم همون استقلال رو نداریم. شما هم همین فکر میکنید؟ ما یگان خیلی استقلال نداریم. ما یک دولتی که از دیگه درورها انا وابسته هستیم. مثلا از روسیه همه سیاست تاجیکستان از روسیه وابستگی داره. اگر مثلا حاضر گیرد و 100% تاجیکا رو منع کنند آمدن یا که به کار آمدن در تاجیکستان، خواهد نخواهد 1 سال نیم سال آدم طاقت میکنن، مجبور میشن که خیزن. برای همون چی که سیاستی که روسیه برد
چی که گوید تاجیکستان رهبریت همون گفتی رسید در اونجا قانون است. پول قطعی اقتصادیات هم شده. خطای اون دولت هم خیلی پول نمیدید. پول که شما از یک از قرضدار شدید شما در پیش اون مطمئن. تاجیکستان آزه در پیش هم کلانه که سیاست تاجیکستان آنها وابسته است متهم است. وقتی که شما مثلا من دوره اتحاد شوروی میگم، من دوره اتحاد شوروی راهبر بودم. من دو معلومات عالی دارم، معلومات عمرسیت چیکار میکردیم و معلومات سیاسی پرتیوی دارم. ها فرمایید صحبت کنید. من میخواستم سوال بکنم که شما چیکار میکنید، در سطح سیاسی کار میکردین یا اینکه یگان وظیفه نه من یک راهبری یک کارخانه انا در شهر دوشنبه بودگی کار میکردم. بعد اعضای پارلمان هم بودم. او پارلمان تاجیکستان دروغ است و یا یگان کس انتخاب نمیکنن و پارلمان خلقی گفتن این گناه است. یک پارلمان که روی خط میکنن میبرن میتیان اما روی خط خطی میگذارن. او دو سه پارتی هایی که در اونجا داخل شدن و یا پارتی های کیسگی هم و یک دروغ گویم خطا نمیکنی. برای همون در تاجیکستان این فکر شخصی من ممکن من خطا کنم. کدام آدمی که میگردد گپ میزند رفتار میکند او خطا میکند، به خطا نیست. در تاجیکستان یک شخصی به فکر شخصی من شیشتگیان که اونها یگان منفیت ملت تاجیک برای و یا یگان اهمیت ندارن. فهمیده؟ و یا من تاجیک هم حساب نمیکنم. متاسفم یک سوال از شما پرسم، چرا که آنها هم در تاجیکستان زندگی میکنن؟ به خاطر چی اصلا پروای منفعت مردم ندارن و برای آبادی کشور کوشش نمیکنند، در حالی که فرزندهای آنها در این کشور هستند، تمام زندگی آنها در این کشور است. خب یک نفری که اگر از خارج باشد ما خوب گله کردن نمیتونیم که خب بگیم که این ای خارج یگان کار کردن نمیتونه، اما وقتی که یک نفر از خود همون کشور است و به همون مردم خود و به آینده فرزندهای خود خیانت میکنه، همین را چه خیلی ما بفهمیم. این من فکر شخصی من این آدمای انا دوراندیش نیستم. آخر همین کو هست میبرید کو یک تا دنیا در آسمان گم نمیشود که با میبرید و فرامدن در کو. برای همین چیزا رو همه کس باید، هر یک کس باید داند که این همه چی موقت است. برای همون باید فکر کنید که یک روز من تمام میشم و فرزندای من نمونه در این دولت. اگر خودتون شما آدم حساب کنید و نخود گویی که انا به همه کار خوش شوید با سیاست خوش نوید، این زندگی خودش سیاست است. و چخیل شما در همون دولت زندگی میکنید. مثلا من سطحم بلند، من بای باشم، آدمی دارنده باشم، گرد اطراف من قشاقا باشه، این درست نیست، این نادرست است. باید گرد اطراف منم میگن چی خورن و یارم انسانن و یارم آدم است و یا میخواد دم گیرد و یا میخواد که یک جا رود و استراحت کند و یا میخواد که یک بگویی بیاد یک خوراک درست خورد. در تاجیکستان ما نان و آب این خوراک حساب میکنن. این نان و آب یک خوراک همه مملکت‌های قشاق دنیا است که همون نان آب و نان درست مردم خورده نمیتوانند. این چی گپ است؟ یعنی در همین 100 سال اخیر، یعنی از عصر 18 و 19 تا عصر 20 ما هیچ عوض نشدیم. همون نان و چای که بود، هم نان کاک و چای کاک گفته است. همون نفر گفته است چی میخوری؟ گفته است که نان کاک و چای کاک. یعنی تنها از همین نان کاک و چای دیگه نبر آمدیم. آخر نگاه کنید، من همین اول یک وقتو میگفتن که سطح افغانستان عصر 14 است. خود تاجیکستانی ما همون افغانستان ما گذاشتیم خفا و نخود یک عصر 21 است. در همین دوشنبه 5-6 خونه پوشیده. من در دوشنبه من حاضر میگویم سالهای 80 85 70 یکی از شهرهای پیشرفت تاجیکستان SSR بود. ما حاضر هم خیلی شدیم که میبخش خفه نشوید، همین در ریشمانی حقارت کنیم ما پیش رفتیم دیگر در یگان چیز. فهمیده؟ و این اون یک 4 مثل شعر است که گفته است کسی گر از کسی بالا نشیند عیب نیست، آدمی رو نه بریشو
نه پفش و نه به شکم نه به نق بزم ریش و خرم شکم و توتیا نق. برای همون برادر انا ریشمونی یا که مثال لباس ناز پوشیدن، وقتی که ملت تو سطح بلند نداره این کثافت است. این کثافت من حساب میکنم در تاجیکستان کثافت نگاه کنید. همین اولای همین 92 همه دانشمندا همه آدمای باسواد یا که کشتنشون یا که گریختن یا که در اروپا در یگان جا هستن. در تاجیکستان یک آدمایی که هیچ خلصت نداشتن اومد زواد گرفت به زوری. اول اخرانیک بود، بعد صاحب دیرکتور زواد گم کرد و در جاش نشست. یک آدمایی که به سطح بسری فقط فکر منفعت خود دیگر و یا یگان فکر نکردن که ملت پیش رود، مردم پیش رود. حاضر همین انا اون خرلوس رو میگون، شما چاپلوس رو میگن، من باید خرلوس میگم. همون خرلوس ها شما پرسید اول دموکراتیا چیست؟ اونا نمیدونن دموکرات. اونا خیال میکنن که همین 30 سال همین رهبریت دولت این همین دموکراتیا است. و 30 سال دیگه میرسد فرزندش با یک کسی دیگهش تو همین اولاد میرود. اولاد فرمایید دوستان، شما را گوش دارم، فرمایید. که انا اینترنت ضعیف است چی که کمی گم شد. برای همون وقتی که در بوری تاجیکستان من گوش میکنم فقط میفرستم گریه کنم. برای چی ما خفا زدیم؟ برای چی انا خود همین آکسفورد کمبریج تمام کنید باید در تاجیکستان کار نمیاد. کار هم یابد یک کار میابد که تماما یک معاشتون میتید که شما اگر دوزی نکنید یکون روی بد نروید روزتون نمیگذره. مثلا شما 4 فرزند دارید، $300 گیرید، با $300 4 فرزند خوراندن میشود. مردم هم تو کردیان که فرزندو بتون تربیه ندارن. یا وقت من یک خیلی سپرسمن هم بودم، سپرسمن خوب بودم. یک جا مسابقه میگذرانده، یک انستیتوت پلیتکنیکی در درونی همون کریدور بچه ها دشنام حقارت های قبله دو زده گشت است. من میگم ای برادر توی چه به حقارت میکنی؟ تو میگو کیایی منو میگوی این گپ؟ من میگم من انسان و تو خدازدگی گالته که تا کنم پرت و بد حقارت کن یا کوچه برو. این اونورسیت است، این یک مکتبی. تو آینده معلومات عالی میگیری. تو از تو باید آدم رفتار درست کردار درست باید یاد گیرن. تو وقتی که معلومات میگیری، معلومات چی است؟ این یک آدمی که سطحش بلند دانش دارد. در تاجیکستان همون انستیتوتش هم یکون معلومات درست نمیتن تا میکنه دو دیپلم فقط گرفته در حاجتخانه پرتافتن در کار دیگه اینجا کار نمیکنه. آدم برای چه معلومات میگیرن؟ برای اونکه همون معلومات خورانت شد. وقتی معلومات شما رو نمیخورند، معلومات چی در کار است؟ چی به در کار است؟ بله یا که معلومات گپم درست میگین. یعنی همین طور است که مردم ما دیگر نمیخواهند. من یک چیز در تمام کشورهای دنیا دیدم و نگاه میکنی وقتی که یک تاجیک در یک مکتب اروپایی درس میخواند، از همه باهای خوب همون تاجیک دارد، از همه فکر آرام طبیعت، یعنی با سواد است. با این قدر کوششی که ما زیاد نفرای داریم که در تمام دنیا کار میکنن و کارهای خوب میکنن، نمیتونیم که پیشرفت بکنیم. به خاطری که یک نفر وقتی که دانشگاه ختم میکنه در یک کشور اروپایی یا اینکه در امریکا و تاجیکستان برمیگرده، مجبورش میکنن که یا پاره میخری یا اینکه با ما همکاری میکنی یا اینکه برای اصلا از کشور کارت هم نمیتن. به همون خاطر است که امروز ما دیگه نمیتونیم که یک شخصیت‌های بزرگ داشته باشیم. من همیشه میگم که در تاجیکستان فقط در چی میبینی؟ تمام برنامه‌هایی که در یوتیوب، در تلویزیون، در همه چی هست، فقط درباره فلانی، او فلانی کیه، او آوازخانه، درباره فلانی کیه، فلانی نمیفهمم یگان اصلا نزدیک اومدی رحمانه که همون رو فقط تعریف میکنن، بغیر از این که یک برنامه
درست داشته باشه این دولت که حکومت رحمانوف که مردم نشان بدهند که خیلی راه درست است، به همین راه برین، این کارا رو نمیکنن، به خاطری که میدونن که اگر که مردم به راه درست رفت، راه درست همو است که مردم میگه که خیلی شما این 30 سال شد یگون کار کردن نتونستین، برنده دیگرو بیانده اینجا یگون کار کنن. نه اگر کثافت کار همین که در تاجیکستان ما آزاد نیستیم. وقتی که آدم آزاد نیست، آزاد فکر نیست، آزاد رفتار نیست، آدم پیش نمی رود. مثلا من منوچهر خودت میگم همین راه خطر راه بیو، او راه درست است نادرست است، باید منوچهر فکر کنه که همین راه همین من گفتاد است درست است یا نه. در تاجیکستان از سروزیر سر کرده تو همون کارکنی قطاری پس همش انا گپ گوش کنن، تو باید و یور یگون کس گپ زند و فکر خودشون کار کردن نمیتونن، برای اینکه انا سیاست دولت باید و یا سیاست دولت پیش برن، نه اینکه مثلا وزیر باید که در همون یک سیاست در همون وزارت خودش داشته باشه، وزارت شخصی خودش، وزارت فکرش گوید و نگوین که تو باید اون خیر روی اون خیر بیای. فهمیده؟ همه مردم تو آزاد نشد، آزاد فکر نشود. مثلا من خیلی لباس میپوشم، خیلی میگردم، و کار تو چی است؟ و تو برای چی من باید گویی که انا برادر تو باید ساله بندی یا تو باید ریشت 1.5 متر مانی؟ و این کار شخصی من خواهم ریش میمونم، نخواهم خواهم هم خیلی لباس میپوشم، نخواهم نه. این کار شخصی هر یک کس است. باید هر یک حکومتدار همه چیز فهمه. وقتی که من میکنید مردم باید بفهمند همه را خودی پاپوگای برای این اخیره کردن، این چی است؟ اگر لباس ملی ما هوای بودن. در پیش گپ شما همین قصه روم شیدن سگ یک روز یک چیزی بودم، یک کتابش بود خوندم که در همونجا کمک در همین چیزای خندواری نوشتگیش دست، در هم قصه سگ میکنه، میگه که وقتی که گرگ میروه با شکار، یکی میبینه که در یک خونه آدم یک خوک داره، خوک میگه که میگم یا موزی میخرمد، بعد خوک میگه که 20 روز صاحب ما فیراد میکنم، 20 روز همینجا 20 تالی همینجا 20 ما صاحب ما فیراد میکنم، بعد بخرم یا جای قطعی صاحبم. وقتی که صاحبش فیراد میکنه، صاحبش میگیره گرگ خونه میاره و رامش مینه، بعد سگ میشوه. بعد او کودک میگه که این احمقی رم آدم یعنی که برای آدم فایده میآورده است. بعد او نفر میگه که آخی او سگ آوردن روم کردن ناآزادش کردن، او آزاد بود، یک گرگ آزاد بود آوردن ناآزادش کردن، در این چی خوبیه؟ همین مردم ما رو همین خیلی اول نشان میدن که خیلی آزاد هستن، اما وقتی که در رفت وقت نشان میدهد که اکثرا مردم این مشکل واقعا مشکل همه مردم ما نیست، این مردم ما جوان مردها داره که امروز اگر ما جوان مرد نمی داشتیم، امروز اگر ما انسان های بهتری نمی داشتیم که دلشون برای ملت خود میسوزد، دلشون برای وطن خود میسوزد نمی بودن و امروز ما و شما در این پخش زنده صحبت نمی کردیم. این هم یک فکر میکنم که ما همون گذشته بزرگی که داشتیم همین قدر اگر شکستگی هم باشیم ریختگی نیستیم، اما این به این معنی نیست که ما درباره گذشتگی خود ما فخر بکنیم اما درباره آینده خود هیچ فکر نکنیم. اون ملتی که گذشته خود فراموش میکنه و در فکر آینده خود نیست، اون ملت هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. بفرمایید در اینجا باید گذشته ها برای خودشون کردن، حاضر باید ما کنیم، باید دیگر اون گذشته ها را با اون گذشته ها دیگر خیلی وقتشان دوایو بودن کردن، برای خودشون زمان خودشون کردن، ما حاضر باید برای ملت ما کنیم. وقتی که باور کنید همون من مثلا بسیار وقت مقایسه میکنم سالای انا 60 من آدمای من همین همسال همین جناب عالی هستم، اما سالای 60 و سالای حاضره باور کنید سطح مردم سالای 60 عصر گذشته صدها مراتب بلند از حاضر از سطح آدمای حاضری تاجیکستان. باور کنید شما همون مردمی که 60 سال پیش بودن بخشش، همون مردمی که 60 سال پیش بودن از این مردم حاضر چی فرقیت دارن؟ یعنی فرقیت آنها چی بود و اینها چی است؟ آنها چی کار میکردن و اینها نه مردم همون پیش
انا مثلا سالهای 60 من در نظر دارم، سالهای 60 من سالهای 60 مکتب خون بودم. حاضر میگویند که در مگزین همه چی بود. مثلا ما یک مردمی که همین تویا را به یاد میبیارم، یک هفته توی میرفت، یک هفته مردم مبلغ داشتن که همین کنن. حاضر بیچاره ها همین توی کنی را هم بعضی مثلا در دوشنبه بعضی رفیقا میگفتن که خیرت همین تویا آین من میرم یک گوشت میخورم. فهمیدید؟ گوشت میخورم. در اون سالهای 70 این چیزا هیچی. مثلا سالهای 60 مگزینا به همه چی بود. بعد سالهای 70 آهسته آهسته نیمه دویم 70 در مگزینا مثلا دیفیسیت گفتگی جاندار پیدا شد. فهمیده؟ انا نمازخانه را اول میگون بسیار وقت همون دوره اتحاد شوروی میگون که نمازخانه را بسیار معنی میکردن. من بدونم پدری من همه چقدر من خودم میشناختم نماز میخوندن. این یگان کس هم کمونیست بودن هم نماز میخوندن. این نمیکرد. بابام اینا مسجد میرفتن نماز میخوندن. یگان مانعی نبود. خیلی بود یک سیاستی مثلا یک دولت یک سیاست داره بود. مثلا بابی من شما رو مانعی بود. عموما هیچ که من کمی صبر کنید. بابی دانه من میخواستم شما را در اینجا مدیراتور بگذارم. راستی من شما را بند کردم به همون خاطر روز انشالله که باز دوباره باستون میکنم. بفرمایید دیگه میتونید صحبت کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله بارین ریش زیبا و از خود اروپا همین دنیا را خوردی نخوردیم بابی سلیمان خودت خوردید. بفرمایید دوستان عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. باشد این کانالی که مقابل ظالم، مقابل یک حکومت خودکامه و مبارزه میبریم و مبارزه خط جدی برای شما و برای بینندگان شما مبارک باشد. و خیلی برنامه خوب در امروز گذاشتی که درباره برق. برادرای عزیز، اگر برق هم قیمت هم باشد برای مردم تاجیکستان ضرور است، اما نیست همون برق قیمت هم شود برای مردم تاجیکستان لازم است. نیست همون برق نیست. کنی همون برق رفت راغون هوی کرده، دیگر سنگ توده و نمیدونم چندین گسو هوی کرده گس. طول 30 سال شید رحمانوف مردم تاجیکستان از برق محروم کرده گس. نیست و برق نیست. ما وقتای کودک بدیم برق میدیدیم. وقتی که همونش تیفل بدیم. چند ساله بودین؟ در وقتی کودکی تو چند ساله بودین؟ 6 ساله بودیم، 7 ساله بودیم، میدیدیم اون برق میدیدیم. اخی و از وقتی که رحمانوف اومد دیگه نه برق است، نه زندگی خوب، نه مردم زندگی خوب دارند. و همین خاطر این رحمانوف 30 سال شید برق از مردم تاجیکستان گرفته است. و اگر رحمانوف 100 سال بسته مردم تاجیکستان صاحب برق نمیشه. یگانه رحمانوف کاری میکند که از زمین بالای حکومت میرود و مردم تاجیکستان صاحب برق میشه، صاحب همه چی میشود. زیرا که آدم گرسنه هیچ وقت سیر نمیشود. هر چی که مال آمدن بگیرد برای آدم گرسنه کمی دارد، کم است. فهمیدی؟ اون دزد است، دزد رهزن از خدا خبر. من در همینجا جیانی سوسی در همین شهری ما زندگی میکند، میگه والله ما کافر بودیم وقتش. در همین والله خدا قسم، والله ما کافر بودیم وقتش. مالی مردم هم میگرفتیم، ملکی مردم هم میگرفتیم، میزدیم، میکشتیم، میگرفتیم. این خدا شاهد. از 2 روز پیش 2 روز 3 روز پیش مقطعی صحبت کردیم.
و اونم در همینجا بهش پرسیدگی هست. گفتم هر چی که تو گرفتی همون را با ازت تو قرات کردن گرفتن، وقتی چای مردم گرفتی امروز با همون رحمانو گرفت و خودت کار کردی رفتی. وقتی که میگه گذشت سورو کماندی میگه همه ای ما را فیرود کردن، چیزی که دوره آورده بسپوری. اینا دزدن، اینا هیچ وقت سری ندارن. حتی هم فرزند خیچه در کارش مولش میگید. از این لحاظ ما از این حکومت هیچ وقت امیدواری بهبودی نداشته باشیم. یگان بهبودی نمیکنه برای ملت یگان بهبودی نمیکنه. ملت تاجیکی به عقل که جوانا به عقل هستن، جوانای به عقل 4 تا همون دامهای ساخته رستم امامعلی و رحمان و امرام صاحب کارا ساخته گرد، همون رو ببینن خیال میکنه دوشنبه خیلی خوشرو است، اما نمیدونن که مردم 90% یا 80% مردم در کمبغلی زیست دارن، در بیچاری زیست دارن. بعضی آدم نان خوردن ندارن. قسم به عظمتی پروردگار. این برادر ما فیلم اینترنتش خراب شد. برادر بهادر بفرمایین. تشکر. باز هم دوستان عزیز فراموش نکنین که لایک بگذارین و باز پخش کنین این پخش زنده را و ما را متاسف هستیم دوستان عزیز. خب بفرما. فکر کنم که اینترنت خراب شد برادر سلیمان. آدمان نانی خوردن ندارن و جای کار ندارن. اینترنتی ما ضعیف بود یا از شما ضعیف بود؟ اکران سیاه شد. خب برای جای کار نداشتن اونا نانی خوردن ندارن، در خانه هاشون فرزند دارن. بعضی کسای اونها در روسیه هم کار میکردن اما دیپارتات شدگی رفتگی هستن در تاجیکستان، اما یگام جای کار نیست که اونها کار کنن. و از همین لحاظ باید مردم تاجیک خودش عاقل باشه. عقل خداوند عقل پیشروی دولت است. همون عقل باشد دولت پیش میبری. امروز ما میبینیم بعضی مولویای باختر دیگر جو میبرن ای کبیری تو منافق هستی، فلانی تو منافق هستی، دیگر تو منافق هستی. آخی ملاهای بد روسیا از پیغمبر شما تنگه و طلا نگرفتید، از پیغمبر شما علم گرفتید، از خداوند شما علم گرفتید، این علم در راه خدا صرف کنید. همون یک بار تاریخ ابو حنیفه، هم امام در تاجیکستان پیرو ابو حنیفه رحمت الله علیه هستید. یک بار تاریخ همون ابو حنیفه را هم مولوی بختری بخونه، یک بار تاریخ همون مولوی ابو حنیفه را ببینه که با چی درد از دنیا گذشت، برای چی زهر داده کشتنش ابو حنیفه را، برای اطاعت نکردنی یک ظالم، یک پاچای ظالم اطاعت نکردن. اما اینها باشند یک KGB است یا مایل رحمان فهمده، یک KGB است، MVD است، نمیدونم دیگر است، میآیند بالاشان در میبراین ویدیو ابرشنی میکنن، بزیدی مبارزین گپ میزنن. از حاجی میرزا سرکرده تا دیگرها، اینا یک شخصیت هایی هستند که فقط در توی پیش اینها در سرخوان باشد و از حیز نفاس گپ زنند. درباره حقیقت، درباره پاچای ظالم گپ زدن برای اینها زباناشون لال است و محکم است، گفته نمیتونن، زیرا که از جان شیرینشون میترسن. دوستای خدا وقتش دعا میکردن پروردگارا ما لیاقتی در راه تو شهید شدن نداریم. اونا دعا میکردن، میگفتن که پروردگارا ما در راه تو میخوایم شهید شیم. ما در راه، برای که اونها فرزندای خوب به دنیا، پدر و مادر اینها فرزندای خوب به دنیا آوردن و امروز این شخصیت هایی که در تاجیکستان هستند اینها فقط از مال حرامی KGB میخرن، از یک نرک بیزنس میخرن، لقمهشان حرام شدگی است. ملاها را لقمهشان حرام است. یک بار ندیدیم که بابایشان نوردین برای مقابل یک مبارز گپ زنه. از زبان حاجی میرزا شنیدیم، از دیگر ملاها شنیدیم، از دیگرها شنیدیم،
نه که الحمدلله از بابای ایشان نوردین نشنیدیم، به خاطری که فرزند صالح است، فرزندی که از خاندانی حضرت دامالله ایشانی تورجانزاده از لقمه حلال به دنیا آب و تاب یافتگی از کلان شدگی است، زیرا که پدر او عالم بود و فرزندا را خوب نصیحت کرد. اما امروز ما میبینیم دیگر ملاهایی که فقط پشتی رحمانوف میگیرند، اما نمیبینند که امروز جوانای زیبای ما در روسیه شهید میشوند، میمرند، جسدهای بیجاشون تاجیکستان میرود. بار رحمانوف تعذیه در خاندان یک مهاجری تاجیک کردگی است، بار تعذیه براتون بیان کردگی است؟ نه والله، بار تعذیه بیان کردگی نیست. بار نگفته است که یک نماینده رحمانوف حتی در همین اخبارا نشان نمیدن که نماینده رئیس جمهور خانه فلان آدم رفت از نام رئیس جمهور تعزیه بیان کرد برای فوت فرزندش، برای وفات فرزندش در روسیه. زیرا که این جوانای عزیز، شما ده ها آیله را میخورانی. وقتی که شما روان میکنه پول را روان میکنه فرزنداتان ده، پدر و مادرتان ده، اپا و خواهراتان ده پول را روان میکنه. اگر شما روان نکنید پول، این حکومت سرنگون میشود. آدمی گشنه به شیر می جنگد، آدمی که گرسنه است به شیر می جنگد. باید رحمانوف دست هر یک مهاجری تاجیک را چیکار کند؟ بیجی قطع بشپد که شما هستین که خاندانتان سیر میکنین، شما هستین در غربت کار میکنین، برای خاندانتان رزق حلال میارین. انا این است دوستای عزیز. اما درباره برق که برادر منوچهر کوهستانی میگه، این برق هم اگر قیمت هم باشد مهاجرای عزیزی ما میخرند. این برق اگر قیمت هم باشد برای خاندانشان میخرد. اما من میبینم کمپیرها در رودکی آش میریزند. کمپیر رو ببین، در دیروز در یک فیسبوک تماشا کردم، برق نیست، عذاب است، مشقت است، خنک است. از خدا بترسن رحمانو، از خدا بترسن اون حکومتی که، اون حکومتدارایی که در خاندان خودشان برق هست و در خاندان بندگان خدا برق نیست. در خاندان بندگان الله برق نیست. حضرت علی رضی الله عنه را بار امیر المؤمنین، حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین بود، بار حضرت علی رضی الله عنه خانه حضرت عمر آمد. حضرت عمر کاغذهای همون دوره های خشم ورق میزده تماشا میکرد و کاری حکومتی خودش پیش میبرد. میگه یک شمع در پیشش گریان بود. ای حکومتدارا شما اینو گوش کنید. حکومتدارا شما کار نیست، شما از دهانهای هزارها ملا و عالم هایی که درباری هستند، شما از زبان اونها شنیدگی هستید، اما گوشای شما کر است، شما نمیشنوید. چشمای شما کور است، شما نمیشنوید. خواب زبان شما نال است، گنگ است، شما گپ نمیزنید. حضرت علی رضی الله عنه برای یک کار آمد. حضرت عمر گفت که برای کاری شخصی آمدی یا برای کاری حکومت دولت و برای کاری خلق؟ گفتن اگر برای کاری شخصی آمده باشی، من شمع میکشم، این شمع مردم است، مال بیت المال است، اینا برای کار شخصی استفاده نمیبرم. اگر برای کار دولتی آمده باشی، برای کار خلق آمده باشی، این شمع گریان میکنم. ببینید بندگان خدا، این شخصیت ها چی از خدا میترسیدن. این ترس خدا بود در قلب اینها که اینها امروز نامشون به نیکی ماند. تمام 1400 سال شد نام حضرت عمر در دنیا هست، در تمام زبان امت اسلام هست. نام ابوبکر هست،
نام عثمان، علی و دیگر، زبیر، طلحه و خالد ابن ولید هست. اینها بودن خدمتگار خلق، اینها برای خلق خدمت میکردند، اینها برای بندگان خدا خدمت میکردند، اینها خدمت اینها به خاطر خدا بودند که اینها عزت یافتند. شما دزدای حکومت رحمانوف، خدمت شما به خاطر وای است، وای روز قیامت شما حسرت میکشید، وای میگید، داد میگید، فریاد میزنید، دگتان میجوشد و گورتان میسوزد، زیرا که بندگان خدا بندگان الله در روی زمین تاجیکستان در عذاب و مشقت هستند. اونها عذاب دارند، مشقت دارند از دست حکمرانای امروزه. و امروز باید ما جوانای عزیز، باید ما بندگان خدا حرکت کنیم که باید یک حکومت بسازیم که از پشت ما رحمت از جانب فرزندای خردسالی ما شود، از جانب نبیره های شما شود، که رحمت به پدر ما، رحمت به مادری، بر بابای ما که امروز تا نیستن یک حکومت بسازند، تاریخ ظالمی رحمانوف ورق بزنن، تاریخ رحمانوف بخوانن که رحمانوف در 30 سال حکومترانی و چی قدر مردم عذاب و مشقت کشید، چی قدر مردم در عذاب بودن. انا ای از دوستای عزیز، برادرای گرامی، باید ما و شما، آوازای ما رفته است. داملو سلیمان دولتوف ماشاءالله خیلی مردم دعوت کردیم و باز هم خوش آمدید همه کسا دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه ما. برادر سلیمان دولتوف شما نیز خوش آمدید و تشکر زیاد که خیلی صحبت خوب کردید، واقعا از گذشته ها و از بزرگان صحبت کردید. شما درباره ایشان نوردین گپ زنید، شما کار میکنید که ایشان نوردین رو مجبور میکنه که بازی مبارزه گپ زنه؟ نه ان شاء الله اون آدم هیچ وقت مردن شبه کلام میگیرد. مردن چگونه ابو حنیفه رحمت الله علیه مردن به کلا گرفت، گپی ظالمانه. ان شاء الله اون قسم مردن شبه کلا میگیرد و به مقابل حق هیچ وقت نمیبروید. خودش گفت که وقتی که من حق میشنوم قبول دارم، وقتی که ناحق میشنوم، گپی دروغ میشنوم، من قبول ندارم، من نمیتونم خاموش ایستاده. در تمام فیتای اینترنتی، در تمام فیتای که در ویدیوها و در امی یوتیوب ها تماشا کو با ایشان گفتگی است. از همین لحاظ باید جوانای عزیز، باره من 2 سال پیش مقابل حاجی میرزا گپ زده بودم، 2 سال پیش من مقابل حاجی میرزا گپ زده بودم، اما چندین جوانهای بی سواد برآمده بودند مقابل ما گپ زده بودند. نه که الحمدلله امروز بسیار جوانا فهمیدن که حاجی میرزاش هم دروغ است، نمیدونم دیگرهاش هم دروغ است. امروز یک برادر در زمون طرفی غرم است میگه وقتی که داملا حکمت الله از دنیا گذشت، خدا رحمت مغفرتش کنه، اگر همچون ملای رحمانوف هم بود خدا رحمتش کنه، میگه همون دشتی که در پیش خانه داملا خانه ساخته بودن، همه خانه هاشون چپه کردن. ببین برای که او پیرشان مرد رفت، تمام اینا در کار نیست، خانه هاشون چپه کردن. حالی شاگردای داملا حکمت الله هم همیجا میشنون، حالی همیجا هستن. شما یقینا یک نفر از شاگردای داملا حکمت الله باشن و در همین باره کمی صحبت بکنن خیلی خوب میشه. اون نفرایی که از نزدیک شاید این چیزا دیده باشن، شاید که شما این خبر نادرست به شما داده باشن سلیمان دولتوف. نخواد نه خبر دقیقه، این خبر بسیار دقیق است. بود در همینجا یک چند شاگردش هست در همین از هم طرفای غرم برای ما گفتن در همین نماز جمعه ده گفتن که همین خلی همون داملا را شاگرداش خانه هاشون چپه کردن. به همین خاطر باید آدم عاقل باشه. این رحمانوف به هیچ کس رحم نداره، به یگان کس، خب پیرشی حتی به مادر خودش رحم نداره. ببین یک مادرش برده است در خوجن، صورتی هیکلی مادرش بود کرده است، آخه مادر درست بس عذاب میکشه از این بدبختی تو.
یک بودی دیگر را برده است دعای مادر گفته در خوجند. آخه او پولی که در اون هیکلی بود صرف کردی، یک کمبغل خانه بگی تو فکر یک کارخانه بساز. این کارا ماندگی میره، یک کارای اسرافکاری میکنه. میره در میلیون ها سال، میلیون ها دلار یک فلک، یک چی میسازه، بیرق بلندیش 166 متر. آخه در جای بیرق یک زواد بسازه، یک بنده خدا کار کنه، فرزنداش از اون آیلیکش بخورانه و بپوشانه. این از دوستای عزیز، به همین خاطر باید ما و شما همه وقت فکری آینده ما نکنیم. فکری آینده ما، وطن ما به نهایت غنی و بای است. باور کنید اینقدر طلای وطن ما دارد، اینقدر بایگری وطن ما و شما دارد. اگر تمام همین اروپا را ببین، چنین وطن ما بایگری ندارد. خیلی غنی است، خیلی بای است. از خاکای الیمین، از دیگر، از اوران، از دیگر، خیلی بای است والله. نه که امروز غربیا، امروز خطای دیگر جا آمده چیکار میکنن؟ آمدن مالی ما را میگیرند میروند. مردم تاجیک باز فقیر، باز همون غریب، باز همون کمبغل میماند. همین است. استاد کوهستانی با ما استاد است، زیرا که 2010 سال در پیش ایشان ما درس گرفته بودیم در سن پترزبورگ. خداوند نگهبان شما. میگه که وقتی که شاگرد گپ میزنه دیگه استاد میفرش که گوشش کنه. انشالله که شما در آینده هم مثل همیشه، مثل همین صحبتی که داشتین همیشه صحبت خوش کنین. واقعا من شما رو از روزی که میشناسم یعنی صحبت‌های خوب داشتید. بعضی وقتا کمک بعضی کلیکاکو داری، لیکن در حقیقت یعنی انسان خالص هستی. برادرای عزیز، شاید که بسیاری هاتون برادر سلیمان دولتوف بشناسید، بعضی وقتا چه حقارت کند ناراحت شوید. این انسان خالص هستن. بعضی وقتا نمیتونن خود بخپن، اما در دنیا از همه چیزی مهم همه برادرای عزیز درویه نبودن. یعنی من قبول دارم انسانی که درویه نباشد، بعضی سخت گپی داشته باشد، اما یعنی که نصیحت کردن در کار، مثل که ما برادر سلیمان دولتوف رو نصیحت میکنیم و دیگر برادران رو نصیحت میکنیم، اما یعنی مهمتر از همه درویه نبودن است، مهمتر از همه خالص بودن است. و انشالله که برادر سلیمان دولتوف خالص باشند و خالص هستند. شما در لیتوا قرار داریم، ما همه وقت خالص هستیم. هر جای میریم در خادم ملت هستیم، خادم دین هستیم و انشالله تا آخر عمری که داریم در ملت و در دین خدمت خواهیم کرد. در همون کشوری که شما هستید تقریبا چقدر تاجیک ها زندگی میکنن و با چی کار و بار مشغول هستند؟ به نهایت تاجیک زیاد شدگی است. تاجیک مهاجرت به نهایت، تاجیک ها در اینجا زیاد هستند. از تمام منطقه تاجیکستان، از تمام جا هستند، برای مهاجرت کاری میآیند، زیرا که آمدن در لیتوا بسیار سهل و آسان است. از طرفای گرمانیا و دیگر جاها بسیار خین است رفتنش، ویزاش گرفتن. اما در این جاهای با ویزا گرفتگی آمدگی است. یک فیرما است 100 تا تاجیک از قرغنتیپا آوردگی است. 100 تا تاجیک آیلیکشان 1300 یورو است. 1300 یورو تازه در دستشون میده. خیلی میگم چه خیلی است. میگه که به نهایت اینجا آزادی از تاجیکستان، امنیتش خوب. ما همین قسال دیگه در روسیه عذاب کشیدیم، مشقت کشیدیم، عذاب‌های زیاد کشیدیم، اما ما در اینجا نه یک ملیسه میخپته، نه یک کس میپرسته. زندگی حلال، زندگی خوب به سر میبرن. الحمدلله انشالله ما همه همین مردم تاجیک خادمش هستیم، خدمتگار همین مردم تاجیک هستیم. همه مردم تاجیکی که در همینجا هست ما را الحمدلله میشناسد و همیشه در خدمت اینا هستیم. تشکر زیاد برادر سلیمان دولتوف، با بودن خود محفل ما رو خیلی خوش کردید و تشکر زیاد به اون نفرانی که امروز زیاده از 800 نفر ما رو دارن تماشا میکنن
و تشکر برادر سلیمان دولتوف. انشالله که مثل همیشه و مثل همین روز در برنامه‌های دیگر هم اشتراک کنین و صحبت بکنین. انشالله ما دیگه برنامه‌ها دیگر که استاد کوهستانی در تمام برنامه‌ها صحبت خواهیم کرد، به خاطری که خیلی کارمون زیاد بود و کارمون انشالله کمی دیگر مونده است. یک مغازه است، اون مغازه را روز فردا هوی کنیم دیگه، تمام دیگر میتونیم قطعی تمام وقت بیکار هستیم صحبت کنیم. انشالله وقتی که مغازه ها را که باز کردین حتما من به خاطر اینترویو گیری میام و برای مردم تاجیکستان حتما نشان خواهم داد که در همین کشوری ما مگزین حلال نیست، در مگزین لقمه حلال خورده. من 1 سال زدگی هستم اینا نو که مگزین حلال اوی کردیستم. نصیب باشه پگه میاید اجازت میتین با تمام میاسنه کمبیناتو جای مرغ تمام اینها قطعی رفتم دوگوار کردم خودمون میکشیم. به خاطر نیست همون لقمه حلال نیست، همون گوشت حلال نیست، همون مال حلال نیست. حرکت کردیم، دوگوار کردیم، همه جاش قطعی صحبت کردیم. انا نصیب باشه فردا میاین اجازت میتین و روزی که شدنش انشالله چی میکنیم در همین فیسبوک هم چی میکنیم پیشنهاد میکنیم. تشکر، خیلی خوشحال شدم. میشم که همین جا نگاه کن 1 کیلو گوشت در تاجیکستان 70 سوم همین خیلی است. بله نگاه کن در همین جای ما 1 کیلو گوشت در 2 یورو و 60 سنت است. 1 کیلو گوشت 2 یورو و 60 سنت من میخرم، من از اونجا میخرم. ببین به خاطر چی عدل است. در جایی که عدل باشه، پاچا که ظالم نباشه، اونجا سیر پر است. باید پاچا نباشه، اصلا پاچا اصلا نباید باشه. همون پرزیدنت عادل باشه. والله یک گوسپند ده اینمی کی بود دیروز گوسپند گرفته 45 کیلو گوشت میتیه. 45 کیلو گوشت 80 یورو. 80 یوروش چند میشه؟ 80 یوروش 1000 سومون نمیشه. همیشه انا نگاه که کیلوش چند میگره 25 سومون میگره. به خاطر چی؟ به خاطر دیگه عدل هست. همین جای ده عدل باشه اونجا سری و پری است. جای ده که عدل نباشه و ظلم باشه اونجا قشاقی بیاید، بدبختی میآید، روسیایی میآید. انا به همین لحاظ باید موادی همین مردمی تاجیک هم پرست 1 کیلو شکر در تاجیکستان قریب 15 سومون شده. چند سوم شده از 1 کیلو شکر؟ 13 و 50 درهم. 13 و 50. اکنون چند یک در همین جای ما 1 کیلو شکر اپتیمی من خیلی مگزین دارم. اپتیمی 40 سنت 40 سنت. اینا 1 کیلو شکر از اپتیمی 40 سنت. با مگزین های کلان میری 69 سنت است. فهمیدی؟ 69 سنت. برادر دولت یکی اویلیکش 1300 1200 یورو اویلیک داره. اویلیک 1200 1300 یورو اویلیک داره. این عدل است. خب دیگر برادر منوچهر میتونه قدیم برادر بهادر صحبت کنه. برادر بهادر هم بسیار در دیگر کانال ها میبینه. خداوند نگهبانش باشه و از دست ظالم و بدبخت ها خداوند شما را نگهبان باشه. برادر اووز ما میسه اووز نیست برادر من چه سلیمان دولت میگم در پخش کردن این نوار، همین پخش زنده، یعنی بی‌طرف نباشید و تمام دوستان و نزدیکان خود حتی به تاجیکستان بفرستید. بگذار که تمام سلامت باشی ان شاء الله. پخش زنده ما و شما رو تماشا کنن. واقعا شما رو دیدم خوشحال شدم. همون سلامت باشی استاد. تشکر زیاد. خداحافظ. مایل خدا نگهبان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر باختر، شما بهادر. ماشاءالله که چهره مبارک شما را در همه جا میبینیم. خوش آمدین. رحمت اکا، من باور که خیلی خوشحال شدم که همین برنامه شما را دیدم. گفتم کویا دو بدرام قبول میکنن نمیکنن. نه که برادر موضوعتون درباره چیه؟
اصلا موضوع ما امروز درباره تغییر اقلیم است، تغییرات اقلیمی و درباره قیمت شدن گاز، بنزین، دیزل و اصلا بی‌برقی. ما سه موضوع را خواستیم که درباره‌اش صحبت بکنیم، به خاطری که امروز اگر ما در سیاست جهان نگاه بکنیم اکثر کشورها به همین خلاصه آمدن که تا 2030 را دیگر نگذارن که درختها بریده شوند. متاسفانه بغیر از روسیه و چین که اینها با یعنی در اون 20 کشوری که به این خلاصه آمدن نبودند، چون که نبود درخت در دنیا را یعنی گرمتر میکند و وقتی که پریخ ها آب میشوند دیگر شاید که دیگر اصلا فصل زمستان نیاید. برای بسیاری از مردم شاید فکر کنند که فصل زمستان در کار نیست، اما هر یک فصل برای خود یک رساله دارد و برای خود یک خوبی دارد. به همون خاطر درباره این چیزا باید صحبت کردن، درباره درختشینانی، درباره که مردم ما بفهمند که این دنیای همه ما و شما های، این زمین همه ما و شما های، برای آباد موندن، برای فرزندا و برای نبیرگان خود آباد موندن این دنیا ما باید حتما در فکر این چیزها باشیم. اما من فکر میکنم به خاطری که درباره تغییرات اقلیم با مردم خود ما صحبت بکنیم کمی وقت در کار است و ان شاء الله که ما حتما مردم رو آماده خواهیم کرد. و دیگر میخوام برادرای عزیز بگویم که من یعنی دیروز نوار ثبت کردم درباره زبان و درباره اینکه چرا مردم ما نمیتوانند صحبت بکنن، یعنی از کلمه اول در یعنی در جمله اول دیگر نمیتوانند که فکر و اندیشه خود را بگویند. نوار کرده بودم در اونجا که بگیم که کلمه زبان نوشته شده است، خیلی تماشابین کم گرفت. یعنی این با اون معنا هست که متاسفانه معارف ما و سطح فهمیش مردم ما خیلی در یک سطحی است که به هیچ چیز اهمیت نمیدن و هم خاطر خواهش میکنم دوستانی که بعد این برنامه داخل شین این نوار رو تماشا کنین و یک کمکی برای فرهنگ میشود. بفرمایید دوست عزیز. برادر منوچهر، یک موضوع شما موضوع سو برای آب و هوا، برای همه چیزا نه که یک مجلس رحمانوف کلاغاز برآمد یک گپی میگه که ما 30 سال آب خوردیم. میگه شکرانه کنین که آب داریم، آب خورد با یک آب خالی اوجه آدم سیر میشود. خدا بگیرد او آب و هوا را ما دا خداوند دادگیه کلاغاز رحمانوف تو که ما را تایی فقط آب نشون میده. 30 سال ما آب خوردیم. یک کورکنه رنگ نمود درن خونه تا گول و ای همه نقش نیروی هستن میزنی عیشات مهاجران خلق میفا رنگ خشت بار تو هم تاری بخرد تو کایت خلق او سیر میکنی. یعنی میگن که دست دیزور صاحب گو بست است. همین است که اکثریت نگاه بکنید دوست عزیز، همون چیزهایی که ما یعنی همچون وقتی که ما یک تاجیک تولد میشیم در کشور خود، یعنی از آب اون استفاده میبریم، از هوای اون استفاده میبریم، از زمین اون استفاده میبریم و هیچ ربطی به این پسر اوی مریم نداره که ما را امروز بیا منت بگذاره که شما از این آب میخورین شکرانه میگیم. ما هر یک نفر شکرانه میگویم، اما تو که خود خادم ملت میگوی، تو که خود خدمت کننده ملت میگوی، چرا که امروز هیچ کاری نمیکنی که همین آب درست بماند؟ چرا کاری نمیکنی امروز زمین بماند؟ امروز نگاه بکنیم زمین های ما با چین فروخته میشود که اصلا در سالهای آینده شاید که دیگر زمینی برای کارش نباشه، چون اینا همین چینیان استفاده میبرن زمینه که خرابش میکنن. یعنی چیزی ملت میگیره با در سر ملت منت میگذاره. ان شاء الله که روز شوکی ما دیگر اصلا در اینجا نشینیم درباره مشکلات تاجیکستان صحبت نکنیم، در خود تاجیکستان و با مردم با یک جایگی همه این مشکلات را رفع کنیم و حتما ان شاء الله روزی خواهد رسید که ما و شما در تاجیکستان با آن مشکلاتی که ما داریم رسیدگی خواهیم کرد. و یک چیز فراموش نباید کرد که در این 30 سال حکومت هیچ کاری نکرد و هیچ امیدی آن را نداشته باشه که در 30 سال دیگر اون کاری میکند. حتی اگر رحمانوف 10 سال دیگر در کشور ما بماند، برای آینده ملت ما خیلی خطر بزرگ دارد. این را باید هر یک نفر شما بدونین و ان شاء الله که بی‌طرفی نکنین. همین که امروز این شکر است، واقعا خوبی هست که ما امروز میتوانیم با همدیگر صحبت بکنیم و موقع خود فکری خود برای مردم برسونیم که ما از این حکومت خسته شدگیم، مردم تاجیکستان از این حکومت خسته شدگن و میخواهند که آینده خود را دست بگیرن. اکای منوچه یک گپ پیدا اکا جون چستون چسبیدگی ایما یا که سیوی ازم بیزه با چسبیدگی او زمان میسه اکا
ана овоз то омад ами як гап пайда ка аломоварш да ами аги хона як ами урус як коргар ами Россия да як абарқидрат да кор кемака ва валои қасам ҳайни ки зани амун гуфт ки шумо 30 сол як президента қапиден истоден шумо чикор мекунем гу ба ин президенту фақат да ами чизотон мебинан иди каду иди дига чизо гуфтак хай ман гуфтам ира ами Владимир Владимирович мондагия гуфтам да хандида гуфт ки шумо гу ҳамаи бойгариро дорем ҳамаи бойгариро дорем ами 30 сол ами калагавс ами Раҳмонов шумо ами ҳамаи ами суму санга хӯрдава кайф сафо гада гаштеса то и қарагуф шумо гу фақат ами меген Путин мондира Путин монд наху мега дар дилани шумо як одам мега набоша ки амира решаша бикана бигира як касигара ма то кая мега шумо уже ғуломи мо мешен ғуломи дига давлатҳо мешен то вақте ки мега и калагавсон дар дилани ами қудрата ами коре мекуна ки шуморо ҳам ғуломи мо мекуна ҳам ғуломи дига давлатҳо ҳамаи молу мулки халқа диздед ҳамаи молу мулки халқа гирифт тип була кард марг ба антаи президенти номард ки 30 сол моро уже қомати моро шикаст то ду доми қоқ рост ка ба у домо кира фан мекунед шумо кира фан чанд солига шумо фан мекунед ислом карим кад чӣ шид тани ҳам тай хок мемонӣ иншолло не ки ҳамаи азоби муҳоҷиро мо кашидесем ман худам муҳоҷирам акаманчер ман 18 сол азоб кашидагиам агар ба тан нарасонам и азобора ку ба фарзандои ту мерасонам ки мегӯянд ами чизи ами азобе ки моро додаги ами номарди падари ту анами азобора шумо да уже метем ки дига уже бигем ки бо бес ки ин муҳоҷирои мо ин қадар азоб будана мо то ин рӯза фақат айшоти муҳоҷир мехӯрдан кайф сафо мекан мегаштан ҳамаи ватани моро фурӯхтан агар рози мо хаб кунем ку ака то мо нами як шӯриш навардорем ку нами замина уже нимша дар хитой фурӯхт исмшани падарка мета меравад дар хитой барои ҳам бояд ҳамаи бародаро сарҷам шем дига маҳалчигӣ накунем бояд мо як ба зидди ҳамин номард бошем ба зидди ҳамин касиф бошем агар ки ин номард агар мардак боша як коркан як амтарин ҳамин ранги шумор як сайтуй куна мо ҳамаи ҳамин арзи шикоят мо дарам мекунем лекин медонанд ай шармандагари шояд амта ягон чизо ҳуй намекунанд ки мо ба мо уже рӯпарӯ шем ба ҳамин номардое ки як ҳаёт уже хуни моро амакидесан не ки ака чанд соли зиндагии шумо дар муҳоҷират гузашт яъне чанд сола будем ки ба муҳоҷират омадем 18 соли ма дар муҳоҷират гузаштагӣ ака ина 40 даям 23 сола 22 сола будам ки ҳамин соуже омам ина 40 сола ина ака чӣ тавр шид ки шумо ба ин хулоса омадем ки бояд бар зидди ин диктатор мубориза бурд чӣ шуморо маҷбур кард ё ин аз аввале ки ба Русия омадем ба зидди ин Раҳмонов буден ё ин ки баъде ки дар Русия зиндагӣ карден азоб кашиден азоби муҳоҷирата диден баъд дига гуфтен ки намеша бояд мубориза бурд акай манучер ман азобои худма бигӯям ку беҳад дуру дроза не ки ман дар Тоҷикистон валю чӣ кор мекунам валю чӣ будам дар қадира аку кори касби созан нест не ки як майда ризқ рӯзӣ ма меофтум дар ҳамҷан зиндагӣ меравт бе ягон фанди фре бе ягон чиз меҳнати ҳалоли худам кор мекунам зиндагӣ ма пеш мебурдам валючки як кашид хеш табори худаш дод домодиш гирифтагиай ҳозир бо паси аю хай омам азоб кашидем ина омадем дар иҷо уже кор кем мисол як танга ҷамъ кен рафтем як контент дар ҳоҷи шариф дар бухтара ай хеш табори ами зоирифуан ами зоирай ку номард айнамуай амуҷа $11,000 бурдам як контейнер гирифтам аму контейнера ами хунма макидан ахир аму контейнерани партофтум ина омам то и фақат моро дар оҷа ғуломем ба вора ами чанд қасуми ҳастай сума мекашанд мегирана имрӯз қудрат дар дасти мо ай мега айтида одамое ки мега $200,000-300,000 доштан мега давои мо да нарафтем ту ки вабше ин айтари гапо меган ин номардо
یعنی شما در روسیه هستین شما نه؟ اوه ما در روسیه هستم. ما در سنت پترزبورگ. ما چند بار همی داج همی نامردانی اودراجات کردن که تو کاری میکنی که ما تو تاجیکستان نمیبریم کلا تا میگیرن در هم درن جنگل فرق میتیم نکی در نصیب تقدیر ما چیزی باشه ما او را میبینم نکی شما نامردو برای چستان دیگه اوجه چی نمیشه خلق ما اوجه ویدور شده است میدونه خوب شما احساس میکنین در روسیه وقتی که شما در روسیه هستین در روسیه تاجیک ها زیادند در روسیه شما احساس میکنین که مردم تاجیک بیدار شده است همین بیداری را شما وقتی که با مردم صحبت میکنیم مثلا ما داریم یک مردمی که اشخاصی که واقعا در همه جا میگن که ما بر ضد این حکومت هستیم ما بر ضد این رژیم هستیم اما ما داریم افرادی که باز هم میگن که همش خوبه خبکه یعنی از 10 سال پیش کرده در حال حاضر چطور است حاضر همه آدم همه خلق بیدار اینه که بسیارش میترسه اما اوچم در تاجیکستان میترسن که اوچم هم میبرن ما اوچا ندارم ما اوچا دارم نگی برای ننگ ناموس که ایروز که همین هوایدای 5 ساله ما را کشتن کو با یک قتل وحشیانه کشتن اومده علی 6 ماه ما را کشتن در اینجا پلیس همین روسیه چندین آدمای همین شهر مردم ما در کنی ترمای روسیه اوجه پوسیده رفته سن مرده رفته سن پس یای من خب کنم همین از جانی ما بده اوجه سیانو یا سال نه سال من میبرم ما کاری ما اوقا کاری رنگ کاری تایی چی نیست همین کاری قینه منالی دا کار میگم کاری قینه چند بارا ما رنگ داره نوی سیزوی جا دا بودگی زدگی شکستگیان نکی بولوی همه ما گفتم باید ما یک سنه بگیرم که خطیب یک مایده با منفیت وطنی ما باشن من نفهمیدم که امروز ما بیرون میشم ذات گشنه یک بربر وطن پورچه میکنه میفروشه زنای ملت میگیره خطویا دا میتوه زمین وطن میگیرن اوجه کیف صفا میکنن قطعی 70 دامادش میگردن کیف صفا کرده امروز اگر که رحمان حاضرن ویدار نشده باشه کو حاضرن ویدار نشده باشه که خلق اوجه او خلق پیشینه نیست که ما را دیگه پنگ کنن تو کلوبی باید فلانی را بزنی تایکنی تو بیمدانی باید کلوبی را بزنی فلان کنی ما از درجه قطعی خوجاندیان هست بچه پامیران هست بچه همه شهرمردای هستن که میگه که هزار رحمت که امروز ما در مهاجرت ویدار شدیم به قدر همدیگر است ازا بیجا ما را اوجه یک بورا مستحکم که دارای چیز ما خلق ویداره یعنی که خلق ما را در اینجا روسیه میدونی که حکمت اینجا اوجه 1 میلیون دارن گیزد اما نماره میفروشن نه که توکای ما را میفروشن همه خلق میگه افتا و با دومن پشونده نمیتونه همین چیزی حق باید ببرای مردونوار بگوی توکای ما دزدا اوانم باید ما بترسیم که این نبرون که اوجه نقبم بکشانم یا برومیم یا بر مردونوار بریم همین دنیا و نه که خلق ما اوجه آزادی را ببینه برادر خداوند شما را نگهبان باشه ما باید که به حد همی چند برو میخواستم قطعی خودت برادر منوچر گپ زنم امروز این خداوند وقت ساعت چه آورده همه گپ چی ما هم خداوند همه تا نگهبان باشه مرا چند برو اوجه اگراجت کردن که نبرو هم طریق گپوی وایرون نزد درقی رحمانوف که ما فلان میکنیم بیمدان میکنیم ما توکایا بترسیم توکایا تو وقتی ترسیم که همون قمور اوجه یا برو اوجه چی میکنن ظلم ظالم شما نشون میتن تشکر زیاد ما را میخواستم شما را ببینم و انشالله که در پای شما خار نخله همیشه ساق و سلامت باشین و ما را امید داریم و همه ما و شما که در اینجا نشستیم باز هم تکرار میکنم این محبت و دوستداری وطن هست که ما و شما را یک جای آورده است و ما امروز داریم صحبت میکنیم یک نفر 5000 کیلومتر دور از تاجیکستان یک نفر دیگه 3000 کیلومتر دور از تاجیکستان چون این وطنی همه ما و شما هست و همه ما و شما باید این چیز خوب بدونیم که هیچ وقت در کشورهای دیگر ما آدمای کشور نمیشیم 100 سال هم زندگی که برات میگن که فلانی ای فلان کشور ملتت فلانی به همون خاطر دوستان عزیز درباره وطن درباره آینده فرزندای خود درباره آینده کشور خود بی‌طرف نباشید تشکر با اون دوستانی که در اینجا حضور دارید و خواهش میکنم که لایک بگذارید و بازپخش بکنید و متاسف هستم یعنی بخشش میپرسم از شما که امروز بعضی چیزهای تکنیکی ما خوب نبودند
اما انشالله که شما صدای من خوب داشته باشین و من خوشحال هستم که امروز با شما صحبت میکنم و کوشش میکنم که در آینده بعضی از مشکلات که تکنیکی هستن این مشکلات از بین بریم و انشالله که بتوانیم هفته به هفته بیشتر و بیشتر با شما صحبت بکنیم. موضوع ما امروز درباره قیمت بودن گاز و بنزین و دیزل و اصلا بی‌برقی مردم تاجیکستان است و ما داریم کم کم صحبت میکنیم به خاطر که دوستای عزیز به یک برنامه به یک خلاصه کامل بیایم. یعنی من درست بگم میگن گفته همون خدا رحمتی عظیم که کج بشین سخن راست بگو، یعنی همین کج بشین سخن راست بگو. من دوستای عزیز 2 سال شد در یوتیوب نبودم، اینا به همه شما میرسونم. بله بسیاری از دوستان هستن که کم ویدیو میکنین، چرا شما صحبت نمیکنین، چرا شما برآمد نمیکنین. یعنی من درگیر اون مشکلات خودم بودم و امروز من آمدم به خاطر آن که با شما صحبت بکنم و بعضی از نوارهایی که میکنم به خاطر زبان تاجیکی، به خاطر آینده تاجیکا. من به این باور هستم، من یگانه امیدی من این هست که تنها علم میتواند یک ملت را از مشکلات نجات بدهد، تنها پیشرفت میتواند یک ملت را خوب بکند، تنها یک ملت را فرهنگ و پیشرفت در معارف میتواند که برای پیشرفت و مساعدت اون مردم فایده دار باشه. و همون خاطر دوستای عزیز بی‌طرف نباشین و خالصانه به خاطر خدا و به خاطر ملت امروز ما نشستیم صحبت میکنیم که در آینده بتوانیم یک خدمتگار خوبی برای ملت باشیم و هر کمی و کم و کاستی که هست ما از شما بخشش میپرسم و باز هم صحبت خود دوام میتیم و با این برادری که در سر چنبرک نشستن با این صحبت میکنیم. بفرمایید برادر عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منوچهر برات بهادر برادر سلام خود را میرسونیم به تماشابینان. اكو بهادر برادر همون مشکلی داشتم سر مود اومدگی بوار که هر روز رفته سنمی خونه بوار که بگو که در خونه مو یگان اصل رختگی باشه بگو کمد یا بگو همین مزاش چیدنی رفته سن هر روز برای همین یا چون میکنی خیلی چکار مون نکنن نخی نبگو که ایتا بهادر چکار مون نکنن همه برده بدن میکشتم نیک میبرن محکم مون نکنن مو ای نمیترسیم مو ای خدا میترسیم مو خدا داره. برای همه بوم یگان مایده ترس در دلم هم ندارم، یگان فکری چی هم ندارم، هیچ وقت چیزی خم نیستم. برادر راست یک چیزی من تلفن ما چسبیدگی نمیدونم مایس نه یا ایوس نه که خیلی خدا نگاه تلفن شما خوب است برادر عزیز، تشکر. برادر اگر همو چی باشه ردنوی همو نومرات ها چرزکه همچه چکا که همچه مدام میپرده بعد اگر نه فیسبوک نیستم برای روان میگم ماش خوب اگه منوچهر درباره شده کارات برای رفتم من رای دورتر رفتم کارات کشکنه بود درباره برق بالام بدانو که برق بدن تاجیکستانو که در بوات سورشوری کاروچی نه که ما تاجیکستانی ما همه عیب به خلق همین خلق اگر که بخزه اگر هیچ وقت همین چیزا نمیشه برای که خلق که خپای چه کاری بیاید دستشون کردن میگیرن نمیگن دیگه زاویست خلق منوچهر با فکر ما همین که خلق که بخزه اگون کار کردن نمیتونه اخی در حقیقتا یا نومردی نخو که بچه در تاجیکستان این 30 سال شده همین کلان همین برق قواشه برق داشت نداره می بوار که یا حسابی مردی اخی بو میخزن که جای دیگه آدم او آدم میگیرن یا اکستریمیسم میگن یا تروریسم میگن یا کورقتی میبرن میشکنن یا نومردی یا پروست به عقلی یا به سعودی حکومت تاجیکستان ای. بله من چه برادر اکو درباره همین چی نه که یا لیتر سرالکه اوجه 15 سومون این دگجو رست میوخه برادر یا که قبچور 300 سومون و سوسا خیسته سبب فکری ما که توخیر سالا ممکن 400 هم شوه. در روسیه چند پول است یک لیتر بنزین یا یک لیتر دیزل؟ در روسیه کروچی پرز موی کروچی هست 30 سر می شود تو 50 یعنی چند سومونی می شود؟ خیلی نمیدونم من تدیاکو دیگه نمیدونم چند قدر می شود. شما در روسیه نیستین؟ نه برادر. ای ماشاءالله.
بله، یعنی با همینجا یک برادر در اول برنامه گفت که امروز در دهه ما از سر صبح تا بیگاه برق بود و تا الان خاموش نکردن. این به خاطر چی است؟ به خاطری که امروز ما باید حکومت همه خیلی کنیم، همه خیلی مجبورش کنیم که دیگه فکرش نه یکی برق بفروشه و برای مردم برق نده. این تنها وحدت ما، یک جایگی ما میتونه که اینا را مجبور کنه که برق برای مردم بتن. یعنی ما امروز در اصل 21% زندگی میکنیم. چرا که باید یک کودک تاجیک برای برق آمدن خوشحالی کنه؟ وقتی که بعضی نوارها رو تماشا میکنیم، وقتی که برق روشن میکنن، مردم اینقدر خوشحالی میکنن. ای خدا، ای مردم، این چی گپ خودش؟ چرا که چون این هست؟ چون که ما و شما آینده خود نمیخوایم دست بگیریم. همون روزی که هر فرد این ملت آینده خود دست بگیره، به همین باوری باشین که هیچ وقت این خانواده شما را نمیتونن فند فلو کنن، این خانواده نمیتونن شما را از بین ببرن. تنها این خانواده انتظاره که مثل همون پادشاهی گفته است همین مردمش ظلم میکنه، مردمش هیچی نمیگفته بیستن. بعد گفته است که نابودش بیا هم یک خلوره یک اون چیز مونم در هم در دروازه شهر که هر یک که مردم اومد یه شتش بزنن چند پلش بگیرن. و حتی همین وقتی که همین کار کرد مردم یکون گپ نزدن. بعد یک موسفید همونجا میگه شکایت میکنه، پادشاه میگه که بیارین موسفید. وقتی که موسفید میاره، موسفید میگه چی شکایت داری؟ میگه که آخه نابود این پل ما میگیرن، کار نکنن، در اونجا که محتل میکنن، همین پل ما بگیرن زود اشتای بزنن هوی میکنن. یعنی حتی انتظار داشتم که بگه که خیر شما ظلم کرده است، این ظلم نگفت. به همون خاطر یعنی ما در همین حالت هستیم. خنداور هست اما ما در چنین حالت هستیم. اما من همیشه همچون یک انسان، همچون یک نفری که در راه مبارزه، در راه سیاست هستم، برای شما دوستای عزیز گفتنیم که من باوری کامل دارم که اینمی 10 ساله آینده ده اینقدر دیگرگونی های شوکی، لیکن فکر نکنین که های دیگرگونی ها میشن ما باید ساکت باشیم. نه، ما باید ساکت نباشیم. ما باید کوشش بکنیم که این حکومت بفهمه که ما اون گوسفنده ها نیستیم که خب بکنیم، ما اون نفرای نیستیم که همین هر چیزی که در بالای ما میخواد بیاره و ما بگیم که میلش همه کاری که میخواد بکنه. نه، امروز اگر ما و شما یک قدم به خاطر آزادی و به خاطر آینده خودمون بگذاریم، فردا حتما اون آینده نیک برای فرزندای خود، برای آینده و برای نبویرگان خود انشاءالله که خواهیم درست کرد. بفرمایید برادر سعدالله، های شما خیلی صحبت کنید. سعدالله فرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به همه برادران. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر همین موضوع همین مقصد پیش موضوع یا همین گپ فهمیدم برادر خونم درجو شده. هم موضوع صحبت کنیم برادر، بعد ان شاء الله با موضوع برمیگردیم. اجازه باشم. فرمایید. همین روز برادر از تاجیکستان اومد، مقصد همون تقاعیش همون چیزا کلان در کار میکنن. مقصد هم وظیفه مقامات کلان در کار میکنن. برای هم زمین واروخ گپ زد. هم سه ماه پیش جنگ شده بود که بود. میگه فروختگی بودن، میگه شهرنامه را کدگی بودن، میگه پانلی، میگه قرغیز ما میگه دولت، میگه مردم نخست خوی مردم نپرسیده کلدم فروخته قرغیز اومده مردم نخسته. بعد اونمو ویدیو داره بگی تاجیکستان با پیش بگی سالداتو امونسو گازلو کمازو قای رفتن او را این کلدم برای او روی کده بوده که برن شما با درن زده شما مقصد مردم ما را خسته نمونید. با خدا قسم اون برادرم خیلی برادر دروغگو هم نیست، چم نیست. با خدا گپ فهمیدم خونم داجو شما ماونچه برادر نخواهی آقی پدر خیلی ها فروختی با خیلی چیز ظلمه تو حرام خب به امام شیده تو پاد کسرت کلادم رحمان و پدنالت و دشمن تی خلق کی 30 ساله این خلق کی 30 ساله عذاب دیدی دشمن تو این خلق نیست، دشمن تو درون نفس تا شیطان ایت گرفتگی کلادم حرام ظالم همه شیطان میکنه که وسوسه نکنه شیطان رفتی تمام میگرزه تا دم شیطان سر میکنی. تو یا دشمن داری که دشمن دروغ خدا ده توکلونش کردگی کلادم که او نمیدونم چی بگم خدا هدایت نداره سپوری برای دولت برای یگان خون رزی. برادر موضوع چی بود برادر؟ این هدایت شونده نیست. ظالمان برادرم مخای
برادر گپ همه برم برادر تا آفتاب مغرب برآمدن یا تا همو جان در حلقم اومدن خداوند توبه ما را میپذیره. خداوند ما همیشه همه دور مادر هم گپ همه دونیم نه خداوند توبه ما را میپذیره. اما گوش کن برادر عزیز بخشش برادر هم فرعون برادر ببخش ما گپ بزنم بگم خیر برادر همین فرعون دوری او دا مقصد او تپید میشه گفت تاجیک رحمان برادر وایش اومده که توبه که میدونی برادر گپ وایش اومده که توبه که بعد همو رشک چیشه میگن همو غرورش بعد توبه نکرده حرامزاد. یک چیز دیگه برادر عزیز که خداوند حق بنده را نمیبخشه، چون خداوند خودش میگه که من حق بنده را نمیبخشم. او توبه را میکنه نمیکنه او کاری خودشه، اما چطور میشوه که در سر یک مردم ظلم کنی، مال اونها را بخری، در حق اونها خیانت کنی با خداوند را ببخشه؟ این چیزا نمیشه. خلاص میگه برادر این را چشمش دنیا فریب کرده یا کوروشیدگان یا کوری آخرت چونه یا قیامت چونه مردن سوختن و دوزخ تا یا فراموش کرده یعنی حرامه پات یا سجگاه کرده کلیت قاق دارت پدنالچ خیلی میشه کلادم بعد تو دوزخ تا چه تو قد نکنی حرامزاد. من حرام میشم من حرام میشم به خدا. همه کو یا گپ های خدا بترس یا همه بترس بعد خدا نترسیدی. این وعده خداوند که تو با مردم خدا با خلق خدا با مسلمانان ظلم کردی تو در این دنیا اول میبینی بعد آخرت دم میسوزی. وقتی مردی رفتی بعد روز جزا شد میسوزی. پدناله تو اگر کم تر ناموس داشته باشی تو کم تر چی داشته باشی حرامزاد به خدا آدم کم ترک همین خوش آدم است که این قدر برنامه ده برادران میبرن تر حق خورد شب تر لعنت کردت موندیان قچید موندیان حرام میشن فقط ناموس نداشته خداوند تر. تشکر زیاد برادر عزیز، خیلی خوشحال شدم از صحبت شما و درباره وروغ صحبت کردین. درباره وروغ صحبت کردین. مسئله وروغ یک مسئله هایی که واقعا درد همه ما و شما هست. یعنی این چیزی بعد از دوستای عزیز که ما بیایم یک ملت دیگر را برای خود دشمن بتراشیم. هیچ آدمی به عقل یک ملت دیگر را برای خود دشمن نمیگیره و در آینده را ما باید هیچ وقت با همسایه‌های خود مشکل نداشته باشیم. چرا؟ چون همسایه‌های ما همسایه را انتخاب نمیکنیم، همسایه هست. این کشورهایی که همسایه کشورهای ما هستند با اینها باید با دیپلمات صحبت کرد، اینها را باید سخن را آموخت، با اینها باید چنان صحبت کرد که آنها فکر آن را نکنند که حمله به کشور ما بکنند. اما این خانواده کشور ما را به یک جای آوردگی که حتی کشورهای ضعیفترین میتوانند که به ما حمله بکنن و زمینهای ما را بگیرن. چی برسه به چین که 3% زمین ما را گرفت. به همون خاطر تشکر زیاد دوستی عزیز. برادر آخر سخن مکنم بعد برون برادر همه گفتنیم برادر همه میگوی در مسئله معارف میگوی خیلی ها اگه جاکی مقصد همه خلق بیسواد قدم بود. برای خلق بیسواد قدم همه کلادم از سر معارف داشتن سر دولت داشتن مقصد برادر که هم پدر مادرها هم خانواده و کلانه خانه هم که گناهگار هم خیلی خوندیم و توصیف نهی را خوندیم. ما که خیلی شکرانه الله میکنیم و که شرایط مونه بدو که مقصد پل مومتا مکتب مروی کنن جورا ما خانگاه این فیاگه اوجد در چشم میگیرم میگه بچه ما عبد که اوجد میگم یگان ند گفتی که پا روزنامه‌اش پراوی کردن نه هیچ بچه ما بگی صد ابزا سلام میره مخری پل قتی با هم بچه شا مقطع سر کنن چکنن دا میگیره سوم قتی هم کار با سوم کردن خون بچه‌ش میپرسه خونه اتاش که اتاش سوم ته برای چی برای مکتب همه بچه همه خیکدم یا به خونه و دو هم است خلق بسو چی دار آدم خودش علم خواست و لباس علم میو مخونه و گابنس معلومات بسو تر معلومات بسو هم علم خواستی با خداوند خودش راست تورید میکنه با آدمی که هم علم داره برای که علم دو مجاهد است. بعد برادر فاروق گفتنه با خدا قسم همون کلادما همه حرامو امونسا همه آمدن با والله قسم او برادرم مقصد چه گم خب مشناسم شما دونم شد تقایاش هم وظیفه ساز در کار میکنن شم گوداگ نیست اگر دروغ بگه با خدا امونسا خمو میکشن تو با والله اینم امونسا خمو خلق نکشن برای سوم برامو کلاد گپ کلادم چی نکنن برادر ورو کمرتون ابو بنده ان شاء الله خمو دو دشمن داریم یکی او قرغیز می درویا خمو تجاوز کنی یکی او سر دولت مون قاطی او نوکروش تنها تو بخدا خدا نگاهتون باشه
درمان ان شاء الله الان با صحبت بکنیم برادر حتما. موضوع دیگه. برادر کلاب بفرمایین، کلاب بستانی. السلام علیکم برادر سوزین تینجین و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستی عزیز بفرمایین. ای برادر ما هم قدشمو بیشتر میکردیم که یک صحبت کنیم. تشکر زیاد دارم. دعاهای شما بود که اومدیم در همینجا در صحبت هستیم. دعاهای شما بود که ما را مجبور کرد از کلبه خود بیرون کنه که بیایم امروز در پخش زنده با شما صحبت بکنیم. تشکر زیاد. بهترین انشاءالله. امیدوارم سوزین برادر. تشکر. شما چطورین؟ خوبین؟ سلامتین؟ الحمدلله سوزین تیجین. امروز موضوع ما درباره بی‌برقی و قیمت شدن گاز و بنزین و دیگر چیزها است. شما یگون چیز برای گفتن دارین دوستان؟ بله دارم برادر. فرمایید. بی‌برقی برادر روزی مقصد نه خونه گپ زدیم، برق نیست. حاضرم برق نیست برادر. یعنی این گپی که گفتن دروغه. این گپی که یک برادر امروز والله قسم ای برادر روزی زنگ زدم گفتن همه خیلی بارون بردیست برق نیست. خنک خونه خنک. در شهر کلاب؟ در همین خطلون. بله. یعنی در همین خطلون امروز یعنی چینه که نه همین روز دادگی بودن تا بگاره بعد ساعتای 8-9 میشه کشتن پوگزیاب вообще نیست свет. این بدبختا دروغ میگن. یا هم یک حیله و نیرنگ میکنن یا کم ترک خاموشی را میبینن با سرش میکنن برای که ایورا مقصد آدمی که نفهمه ایرا تا نزنی نمیفهمه. ایو نمیفهمم خیلی. یک دیمش برای بنزین میگیم بنزین 12 سومون شدگی. یعنی خیلی قیمته. یا در زمانی که بله برادر 900 سومون است بنزین 12 سومون. این یعنی بنزینش بریزه، نونش بخره، اوقاتش بخره، نمیفهم چایش بخره. 80 روبل میشه. 80 روبل میشه؟ بله یعنی 80 روسیه کرده قیمت‌تر است. ای نرخ روسیه یک برابر قیمت است. یک برابر. گاز هم قیمته برادر. همه چیز قیمته. ارد 315 سومون شده вже. 315 سومون. 315 سومونش میشه. چند دلار میشه 350 سومونش؟ 315 سومونش گیده 30 و چند دلار میشه نه؟ 30 دلار. یعنی حتی یک معاش یک ماهی انسان فقط یک خوبچه ارد میشه و 10 لیتر روغن. بله آدمی هست در تاجیکستان برادر 250 سومون میگیره. اما آدمایی که در کجکپی کار میکنن کو کجکپی را میدونی نه دوار نگوری بله 250 سومون 200 والله قسم 250 سومون میگیرن. یعنی چطور با این 250 سومون میشه هزینه کرد در کشور ما؟ همه خیلی میکنن برادر. همه خیلی زندگی میکنن که وجوانی در رنگی وجوانی. یک فرض قبوله گورن. بله یک مقصد بعد کاروشون با یک کاروی مردی کاری میکنن. یگون کس در یگون یاردم میکنن یا یک خیلیش هست عروبه کشی میکنن. همه خیلی میکنن ایتک سراونو او حیات رنگی وجوانی های برادر. یک چیزش میخره یک چیز دیگه ش نمیتونه خرید. یک چیز دیگه ش خرید یک چیز دیگه ش نه. همه آدمی که اگر 3000 سومون اگر روزی در تاجیکستان برادر 10,000 سومون بگیری والله قسم با این نرخ نگو کو پروداکتات هم نمیرسونه. بله درست گفتین برادر عزیز. برای که این نرخ نگو یک نفر از دوشنبه داخل شده که همراه برادر از دوشنبه بفرمایید که این برادرمون چه گپ داره. برادر از دوشنبه بفرمایید. برادر خواهرم. سلام علیکم. و علیکم السلام. موضوع اطراف چیه؟ موضوع ما امروز درباره بی‌برقی و قیمت شدن گاز و بنزین و دیگر چیزها در کشور. خب مثلا خیلی مثلا
نه همین شما در تاجیکستان زندگی میکنه الان نه؟ بله بله. یعنی شما قیمتی و دیگه چیزا رو ندیدین در تاجیکستان؟ همه 100% به فکر شما؟ نه قیمتی نه، در یگان گوشه دنیا زندگی 100% نیست. در این момент در یگان گوشه دنیا زندگی مردم 100% نرفتیست. یا دویمی که مسئله برق خود دارم گرمانی با فکرم که همیز بازور زندگی خود رفتیست و شاید 30-40% رفتیست. نه الحمدلله 100% از زندگیم راضی است بدون شکر. چه 100% زندگی؟ چه 100% زندگی؟ 100% زندگی بودم وقتی 100% زندگی روزی میشه. برای زندگی 100% چی در کاره برای یک شخص؟ اینم یه از شما یک سوال. برای یک زندگی 100% برای انسان چی در کاره؟ وطن آباد، وطن تنج داشتن. نداری هم وطن آباد، وطن تنج دنی مامی نداری. چفا ندارم؟ در وطن من جنگ های؟ نداری. یک خانواده یک شخص از وطن من گرفت است. درست گفتی. بله ما وطن آباد نداریم. وطن تنج. نه نه موضوع دیگه طرف نبر جورا. موضوع دیگه طرف نبر. اینجا ما قصد صحبت کردیم. شما میتونین که فکر خود آزادانه بکنید. بفرمایید. خب مسئله برق گفتی. مسئله برق هست نیست یک دوره به دوره اومده سوز شده است. کوچکو کده کی سوز شده است؟ بچه 30 سال شد کس بستیم بالا بگذار منطولایی بستیم بالا منطولایی نه نخندو خیلی ما کی که چند سال من نه بیا بدون تأخیری خنده او ربط به خود من داره. یعنی 29 ساله هستم. فرمایید نه خنده نه بفرمایید. شما اگر گپ میزنید که اگر نخنده آدم من از اون وقتی گفتم که شما از اون وقتی گفتین که من وطن آباد ندارم، در وطن من آباد نیست، من خندم گرفت دیگه. مجبور شدم که بخندم وقتی که من میبینم یک نفر با یک خانواده از تمام کشور گرفته دیگه نخندی نمیشه و خیلی گریستن دیگه شما موینا کورشید. خیلی باید بخندیم کوخی. یعنی شما گفته هستین که در مرحله اول باید انتظار شد 30 سال که برق باشه. خیلی همین شما در سوال من جواب ندادین. برای زندگی 100% چی در کاره؟ این همین سوال اوس نگریزین. این سوال برای زندگی 100% چی در کاره؟ نمیگریزم. اینا بفرمایید. بفرمایید دوستان. یا وطن تروریستی باشه یا وطن لازمه برای زندگی 100% که اوریای تهدیدهای تروریستی باشه، اوریای همه گونه تهدیدهای چی داخلی چی بیرونی چی بیرونی مرزی باشه. امی خودش ما فکر میکنم که از زندگی 100% سطح اولین درجه دم است. یعنی پاکستان با فکر شما در درجه همون 100% ختم میدروه. ما فکر میکنم 100% دم میدروه. با ما دلیل میارم برای چی؟ بگو دلیل. خود چند سال ای تاجیکستان بر اومده رفتگی؟ نه شما اول دلیل بگین. آخه شما دلیل بگین. این سوال نکنین. دلیل از سوال کم که فرقیت داره. نه شما اول نه من میگم من هم در اول برنامه گفتم که چند سال در تاجیکستان نیستم. شما اول دلیل بیارین بعد ان شاءالله درباره سوال گپ میزنیم. چون دلیل و سوال کلمات دیگر هستن، به هم دیگر رو قدر ربط نداره. دلیلش اینه که خود چند سال تاجیکستان بر اومده رفتگی پدر مادر تو آزادانه در داخل تاجیکستان زندگی کردند و امنیت بی‌خطری و تامین امنیت پدر مادر خود در زندگیش یگان خطر تهدید نکرده است. این هم خود جا دلیل نیست. یعنی شما با همین فکر هستین که وقتی که من از تاجیکستان بیرون رفتم باید پدر من چه تهدید کنه؟ یعنی شما به همین سطح هستین که وقتی خودش بر ضد حکومت از باید با پدر مادر او کس اصلا این ربط نداره. وقتی که انسان شما خودتون میگه قانون اساسی چی میگه؟ وقتی که فرزند بعد 18 سالش تمام دیگه او آزاده هر کاری که بخواه هم میکنه. با چی خاطر وقتی که یعنی شما یک دلیل یک دلیل شما یک دلیلی هست که آخه نخندم نمیشه در این دلیل. یعنی کشوری که آزاد باشه چرا که چونین باید سوال کرده شود که خیلی طرف نه کشوری که آباد باشه چرا که باید در اون کشور چونین سوال مطرح شود؟
چرا که چنین دلیل باید باشه که خیلی رفتی پدر مادرت سازند. یعنی یک کشوری که آباد ساز باشه چرا که باید چنین دلیل آورده شود که وقتی که من در تاجیکستان هستم باید زندگی پدر مادر من بد باشه. و دوم شما با همین زندگی 100% که در تاجیکستان میگین، یعنی بی‌برقی، قیمتی و زیاده از 2 میلیون مهاجر در روسیه و در تمام کشورهای دنیا، امروز که من در مهاجرت هستم این گناه من نیست، گناه او کلاغوسا است که برای من یک زندگی خوب ندادن در تاجیکستان، نگذاشتن که من همچین یک انسانی آزاد در تاجیکستان زندگی کنم. چرا که این سوال رو شما میدید یا اینکه دلیل رو میارید که شما این خیلی دلیلش همین که تاجیکستان رفتین، تاجیکستان خوب، پدر مادرت خوبه، این فکر میکنم یک دلیلی پر از حماقت است. بفرمایید دوستان. ای برادرم اراتر میگریخته یک دقیقه گپ زدی، یک دقیقه دیگه بیست گپ زنیم. خیلی هم خیلی یا آدمی خیلی تخیلاتی خیلی هست، خیلی یک دقیقه گپ زدی گوش که با گپ زنیم. خیلی فرمایید. اول اینکه بحث بین ما و خودت رفته است، بحث هر طرف نکش نیاروخی. خودت در اینترنت 3 سال پیش برآمد میکردی روحای با گرمانیا رفتن تشویقات نبودی، درس دادن تشویقات نبودی، یگان ما تماما خیلی ابراز ناراضگی نمیکردی. یک اگر ابراز ناراضگی گفتم که سوالت فراموش نشه. گپ شما یک دقیقه صحبت کردیم. من همیشه ناراضگی میکردم از حکومت و اگر همون نوارای قدیمه من 3 سال پیشم که تماشا کنین، من همیشه همچون یک ناراض، همچون یک نفری که به خاطر عقیده مهاجر شدگی هستم میگفتم و میگپورا. اونی که من درس میدادم مقصدی من خدمت بود. یعنی بسیاری نفر و زیاده از 100 نفر با همین تشویق من زبان آلمانی را یاد گرفتن. بعضی ها حتی دانشجو شدن اومدن در آلمان دانشجویی میکنن. یعنی همین چی خطا بود به فکر شما؟ من همیشه از این حکومت ناراضی بودم. یعنی همون وقتی که درس میدادم همون وقتم میتونین که شما باز صحبت کنید. یعنی در این سوال تو جواب بدید. اینجا گپ سر خطاگیت نبود. ما موضوع نیست که تو در جا خدمت کردی تو در جا نکردی. ما گپ سر اونه که تو گفته است که ما و تو اونجا موضوع برآمدیم کمتر. تو ما را پیشتر سوال موضوع برآمدیم چون دلیل شما همون خود بیرون از موضوع بود. ما درباره برق صحبت کردیم، ما درباره قیمتی صحبت کردیم و شما گفتین که من در یاد دارم که شما چی گفته. شما گفتین که نه زندگی در هیچ جای دنیا زندگی 100% نیست و از من سوال کردین که آیا زندگی من 100% است؟ من گفتم بله زندگی من 100% است، من راضیم. در همین گپ دیگه دور رفتیم. شما بفرمایید بگین که اینا من نمیخوام که با شما سختگویی کنم یا اینکه مثلا اینجا من میتونم که شما را آواز تا بند کنم با شما گپ بد بگم. نه، شما حق دارین، همچون یک شهروند حق دارین که فکر خودتون را بگین، اما ان شاء الله باوری دارم که شما را کس مجبور نکرده باشه، همچون یک شخصی آزاد باشین. همون زندگی 100% که شما میگین که در تمام دنیا نیست و در تاجیکستان است، همون زندگی 100% چی است؟ خب تمام کردی گپ زنم. خب در مسئله بی‌برقی گپ زدی. خب ما 35 امروز تو پگاه 36 ساله میشم. ما زمان یاد دارم که در تاجیکستان ما در یک شبانه روز 2 ساعت برق میگرفتیم. همین دوره به دوره زینه به زینه آمد. ای 2 ساعت به 6 ساعت گذشت، ای 6 ساعت به 8 ساعت گذشت، ای 8 ساعت به 12 ساعت گذشت، ای 12 ساعت به 24 ساعت که هم در فصل سرمای زمستان بود. ما 24 ساعت برق دیدیم به خاطری که امکانیت بود در همون شب و روز تامین اهالی با قوای برق. امکانیت هم در 24 ساعت فصل سرما با قوای برق بود. همون وقتی که امکانیت هست همون کار میشه، وقتی که امکانیت نیست نمیشه. اگه به برق بودن معنی رو نداره که ما در فصل سرما هم یا که در فصل گرما هم 5 پنجره در دهان اندازیم. مسئله برادر بگذارین برادر گپ زنه، خواهش بگذارین گپ زنه برادر، خواهش میکنم. یعنی من آماده هستم که این برادر گوش کنم. خب در مسئله اونه که تو میگوی که ما ایام دوره رفتنم ناراض بودم، ما خطا
наздик ба 1 сол 1.5 сол пеш як видеонавортро тамошо кардагиам. Ман худо ба шукр қобилияти ақлронимам созай, қобилияти амалкунimам созай. Ман зеҳни кундам вай надорам, шикоят надорам ки то што ман фаромӯш кардагӣ бошам. Ман наздик ба 1.5-2 сол пеш ман як видеонавори хита тамошо кардам. ту чӣ хел як блогера чӣ хел тавҳин кардӣ, чӣ хел таъхирш кардӣ ки гап дар бораи блогер намеравем. мо имрӯз ман атрофи мавзӯъ гап мезанам. матра далел аслан инҷа гап дар бораи шахсияти ман нарафтааст. бигзор ки ман чӣ хеле ки бошам набошам, ҳеҷ инсон аз хатову аз бигем ки камбудиҳо кам нест. шумо ҳамон зиндагии 100%-ро нақл кунед барои ман. барои шахсияти ман инсон нигаҳ карда шумо гуфтем ки ақлонияти шумо хеле хуб аст, зеҳни шумо хеле хуб аст. ман фикр мекунам инсоне ки ақлонияти зеҳнаш хуб боша, аз мавзӯе ки мо дар бораи бебарқӣ суҳбат дорем ва шумо гузоштен ҳамон зиндагии 100%-ро, мо гуфтем бигзор ки ин ҳамин зиндагии 100% мавзӯи шумо боша ва ай гирди ҳамин зиндагии 100% дур нарем. дар бораи ин барнома дар бораи шахсияти ман нест. ман масалан бигзор як рӯз ки барнома кардам дар бораи шахсияти худам, ман ҳатман бошам тамом биё философия нақл накӣ, тамом мавзӯи барқ намедурам. тамом بدرم. خب در مسئله برق گفتی. ما در یک شبانه روز نزدیک به 8-9 ساعت عین حال ما برق گرفته استم. همین 8-9 ساعتی که ما برق میگیرم، ما همون کارهای مهمی که با واسطه برق تمام میشود، شخصا همون کارهایی که با واسطه برق تمام میشود، همون کارها ما تمام کرده میتونم. یک که زندگی 100% را در اطراف موضوع برق زندگی 100% را در آوردیم. شما خواهش شما بود من هم بگذارم که باشم. فهمو 8.5 ساعت که 8.5 ساعتی که ما در دهات زندگی میکنم، 8.5 ساعت برق برای ما را کفایه است. همین دانی مومنت که وابسته به همین امکان. صدای شما قطع شد. با فکرم که همون شارژ تلفن تو زاریت تلفن تو تیار شد. همون 9 ساعت با فکرم کمی کرد. همون 9 ساعتی گفتگی شما فکرم کمی کرد. برادر بمون قطعا یک بار صحبت کنم. 9 ساعت در اصل بیشتری چی میگه این واپسی؟ یک سویت 9 ساعت قطعی گویما دورا. بگذار برادر من جواب شفتم. من گذاشتم که صحبت بکنم این برادر به خاطر چی؟ به خاطر که این خیلی بیاین بگذاریم که 9 ساعت. چرا که 24 ساعت باید ما برق نداشته باشیم؟ در حالی که ما به خارجه با دیگر کشورها برق میفروشیم، چرا باید فرزند تاجیک انتظار شود که 9 ساعت بعد برق میاد؟ این از صبح که خاموش کردن تا ساعت 4 بیگاه باید انتظار باشه. این بگذار که یک نفر کار داره. این حاضر من میخوام که برم چای بنوشم، نه حاضر میخوام برم چای بنوشم، میرم میگذارم تفلت چای ما مینوشم. همه خیلی هست. چرا که ما باید اکتفا در همین 9 ساعت کنیم؟ برادر عبدالشنبه بفرمایید. خب همین برادری که باید لقمه پرتوفتیست های بیا برادر ما را خلال نرسا ما صحبت کنیم. همین وزنی سخنرانی خودت معلومه که خیلی موضوع دیگه سنا برگوش که مرا موضوع دیگه سنا برگوش که 9 ساعت برق قطعی داکی جو تا پیش را بفرمایید. برادرای عزیز، مبارزین عزیز، شما میدونم که گرگان جنگل هستین، میدونم که شیران ملت هستین، اما ما باید طرف نفری که بزدید ما رو باید گوش کنیم در سوالاش، در گپش جواب بدیم. به این معنی نیست که میتونم برادرای عزیز، میدونم که همه شما خودتون در جوش میخواین جوابش بدین، اما کمی انتظار بشین، بگذارین همین برادر گپ بزنه. آخر یعنی گپ بزنه در دلش. بفرمایید. وقت میتین گپ زنیم. بفرمایید گپ زنیم. خب مسئله برق گفتیم. خب مسئله تامین زندگی. خب در اون زندگی 100% که شما وطنش نام کردین، در اونجا فکر میکنم اینترنت کم خراب است. به همون خاطر 100% را گفتیم. تمام گفتم با فکرم تو زندگی 100. نه شما گفتن که زندگی 100% همه یکی یگان تهدید در کشور نباشه، اما ما از رئیس جمهوری شما هر روز میشنویم که فلانی تهدید میکنه، این تهدید میکنه و حتی برای مردم
وصیه کرده است که شما نان و گندم هم اینا را جمع کنید، نانای قوق جمع کنید که یکی گشنگی نشوه. یعنی ما خوب از این دیگه نه اکو برادر این گپو در ای برادر بیای را خط که برای این پیشروی شبی اینترنت نداره، این چه خیلی پیشروی داره این برادر عزیز شما آرام باشین، آرام تیگرای بزرگ آرام. این بخدا کدام چوپلوس های برادر برنامه را دیگه سه گفته ایسته وابشه این برنامه را تیانی دورت گرشته ایسته در اینجا برادر این گپو در کور نیست. این آخی برای اینترنت اساس که بعد بیو آخی خب دوستای عزیز فکر میکنم این برادر ما از دوشنبه اینترنت رو خوب کنین، چون در اینجا تماشابینان کمی ناراحتی دارن که اینترنت شما ضعیف است. اینترنت سوزا اینترنت در سه روز شد کم ترک پرابلم داره. کم ترک پرابلم نه، اینترنت تاجیکستان همیشه پرابلم داره. در سه روز شد اینترنت روز کارت بشین سخن روز بگو. اینا در همین روی تدانی خدا. اینمی اینترنت تاجیکستان ضعیفه، میدونی که حتی با واتساپ قطعی مشکل گپ زدن. شما که اینمی دروغ راست میکنی. اینمی مشکل در چیه که همون مشکلاتی که همه مردم تاجیکستان میبینن شما شخصا نمیبینین. حتی نام تام نوشتگی نیست که بگم که مثلا یک نام زیبا داشته باشین که درباره نام تو صحبت کنین. خب دوشنبه هم زیباست، اما یک نام دیگر میگذاشتین خوبتر میشد. ای بچه یا سریوزنا صحبت کرد تا شاو گذاروندیسته برنامه خیلی چی گذاروندیسته یا سریوز نشه به برادر یک سخن بگم یا سخن بگم امینا اور چانس ما تامی اور دا بگو چانسم شیدگی ای سوال جواب ته برادر گپ زن. من در همه سوالات جواب دادم و هر یک نفری که میخواهد با ما در پخش زنده صحبت کند. اینک دوستان عزیز ما رو زیاده از 1100 نفر تماشا دارن. از همه شما خواهش میکنم لایک های خود رو بگذارید که برای دیگر برنامه ها برای همه مردم بتوانن این برنامه ها رو ببینن و خواهش میکنم بعد اینکه افیر تمام شد کوشش کنین که نوارهایی که من به خاطر معارف به خاطر پیشرفت کشور کردگی هستم اون نوارها رو حتما که لایک بگذارین. و امروز ما یک هم صحبت داشتیم از دوشنبه که میگه که راضی هست و راضی است از زندگیش که برق دارد، اینترنت دارد که چنانی که میبینیم زیاده از 10 بار شد که قد وصل میشود. به همون خاطر دوستای عزیز ما مجبور هستیم که این برادر را قطع کنیم یا اگر که باز بخواد صحبت کنم میگذاریم که صحبت کنیم، اما خواهش میکنیم که هم اینترنت رو خوب کنین یا که دگان تاری درخت بفروشید اینترنت خوب شده مردم از صحبت شما حلاوت برن. اما واقعا برادر از دوشنبه من نمیخوام با شما بحث بکنم. موضوع من بحث کردن برای یک فرد این ملت نیست. امروز این حکومت است، شما طرفدار این حکومت است. پس فردا که ما در سر حکومت اومدیم باش شما همینایی هستین که طرفداری ما رو میکنین، اما ما هیچ وقت طرفدار چوپلوس برای خود در کار نداریم و من شما رو نیست چوپلوس نمیخوام بگم، چون شاید یگان شخصیت بزرگ باشین، شاید امروز شما رو مجبور کرده باشن که بیاین در اینجا صحبت بکنین و همون خاطر من نمیتونم شما را بد بگم و از برادرانم خواهش میکنم که وقتی که یک نفر هم فکری شما نیست او را دشنام نکنین. بله یک نفری که آزادانه و در روی روشات میآید این رژیم ظالم طرفداری میکنه او را باید چوپلوس گفتن در کاره، اما چنانه که ما و شما دوستان عزیز میدونیم حتما احترام همدیگر برای هر یک فردی، هر فردی انسان و هر تاجیک مهم است. به همون خاطر خواهش میکنم دشنام حقارت نکنین. برادر بفرمایین. بهادر میخواستن صحبت کنین. برادر بهادر بفرمایین و فراموش نکنین که باز پخش کنین. خواهش میکنم. منوچه боя борга салом алейкум. Аму бародари ки оз шанбе звонит кард. овози мо месака. اوست خیلی خوب مایس است. بفرمایید. نگاه کن. امو برادر من میگم که امو قایقه ای حکومت نامرد دفاع کرد که امی کنکرت نشه. ما بگم چهره رو تنشان بده تا بگو که ها ما سوی دارم ما ایچی. تو نمیبینی که خلق در مهاجرت با یوردن ما مهاجره و وطن رو باشیدی سعی را فهمیده بگی یک رحمان یگان جا را آباد نمیکنه. آیا چلیک صدا نداره، آیا مش صدا داره، ای را فهمیده بگی ای برادر. انا بعد تا ای قرار که کنده کسی نزده 8 ساعت ما در سوید میرسه 100 فویل تا رو تا سیاه میکنی.
نه خطای ما برای همین چوپلوس همین دوشنبه زمان کرد برای همون نه که ترو تاسیون میکی رحمانов همین سمتودا یک در اومدن در کنوکر اجخیدن در با شیر مادرش قسم خورد که همه دستبیر میشه و یک سال پس همه تاجیکستان هم از بهشتی روی زمین میکنه نه گپورا بیاد و بدرو گو همون سمتودا یک در اومدن شد بدرو هم برادر من میگم بدرو یاد و ببین ما در اونجا بدم همون سمتودا او گپور رو ما شنویده بودم نکی توکایش ما میکنه توکای فن میکنه آدمو را توکای خلق فن میکنه هم طرفدارای رحمانوف باشن. من ناویم در گرم شدم در همین وقتی که یک برادر در همینجا کی باشه ای بفرمایید این برادر بگذاریم که صحبت کنه. بفرمایید دوستی از گم شد همین خیلی کار خای کرده گم شد. اکای منو چه اگر که یو ذره ایمان وجدان داشته باشه کو همین خلق در تای پستی ای کو گشنه نونی خوردن نداره شما $400,000 ماشین های نمیکنی کارتیج 10-15 ماشین نمیگیره نمیگرده مرد بانتای بودو بخشیش یه همینو دکه بودو برادر ما همین اکا در گفتنیم قطعی چوپلوسو و خیلی لوز خوب قطعیشون گم نه زبان ما ببرویم قطعیش گب زنیم اوخی خود نخیلی چخیل بگم به حدی بعد ملایمی بعد قطعیشون گب زیسته یکن تخیل سخشون بکم اون مرخ که خودش میگه 8 ساعت ما در گفته گپو من روزیم در 8 ساعت در نیم مسکو 4 ساعت مرد همون نچنلیک سویتوای 8.5 سال سودش کردن 4 ساعت سویتشون مرد آبا چه دمو کروگلا سودش نینسته هیچ چی گپه خودشی تاری دو بانش ما قطعی اون مرغا گپ زنیم اون مرغ چرا بگو که آشکار ببرو تو پشتوان داری تو امامعلی داری تو مثال پشتی آدمی دیفا کسته که و پشت گفته گپا یک سیلی ارمیا داره چی میترسی ببرو ورا به چهره را نتی رنگ دیگر رو این خیلی بل ملایی قدشونه نخواه گیزالا گبزه مرغا را جرشون را بروردن در کو ما بزار هم ماجیرت چی دگیم برادر جان نگاه کدام اکای بودور همین نمره اختامت چخیل بیابم ما نمره ما ماینا اینستاگرام ما دا بدرو یا که من اینستاگرام ندارم براتن خیلی چیزا من واتساپ ما دارم تمام ما چه خیلی کنم که نمره تا بیابم اینمی اکای منوچر دا من میپرتم فیسبوک شده میتاد اینمی اکای منوچر دا بلا یک آدم باشه که چه ای اکای منوچر یگان نمر نداره که دمی پرتوش چیز واتساپش بگیریمش استانایفا میدونی استانایفا ایو استانایفا چند بارا گفتم نداد نمره تا بلا استغفرالله میبخشیم من نمره ما بنویس نمره ما را بنویس کی جون نگو دیجا نگو بنویس در اینستاگرام من بنویسین حتما بارش می نمره بارش میتونم همچون امانت یگان نمبر داری که واتساپ دا بنویسون متکه منو چی من شماره واتساپی ندارم بگذار در اینستاگرام. خوب گذاشتیم به برنامه برادر عزیز اکا منوچر یک گپ همین برنامه به سکا جون که من گفتم نبرم با همین را دیدم که قبر من ملایم گپ دیسه خشرو کبتا وطن آبوده وطن ما آبود که سمکا خود تانی اکا منوچر ملایم خطی و گپ نزمیدم که زندگی در حیات در زوب کشدگی نیستی عذاب مهاجرت دیدگی نیست. من انگلیسی خطر چند روز میدرومم کم کم می نوشتم میگفتم یکم حرف شیاد بگیرم که هیچی خواهی نشده نکی باور که خود اودن بسواد اونجا رحمت با پدر خدا عید اوج بوراک نده که ملایم قطعی و گم نزد که ما عذاب کشدگی ما قطعی اینو مردم رو گب زنیم باید چهره رو شونه ببرورن امروز بگه که کلغاس برن میدونن که این رحمانوف میروه و شرمنده میمونن حیات چون قطعی اوجه بازی کیسم نگو حیات چون قطعی نگی خوشش که یک قطعیش چخ کنه برادر سیدینی چکه همی جباشه کمو قطعیش چخ کنه مون نرخی بینزین ها بچه خبر داشتن ای گاز سوید نداریم 24 سال لوبو افرهمی از زنگ میزه میگه سوید نداریم زنگ میزه میگه بچه هم تیز گبزه که ذریعت تلفون هم بود میشه هیچ تریسی داری برادر کلاب شما دایی بارا چی گفتنین؟ برادر ما با والوی قسم
ناو زنگ زدم سوئد نیستم به خدا بچه یعنی این گپ خسته میگن 8 ساعت نموندی برادر من قطعی هم گپ زدم ما کلوب مینه یکم اینترنتش خوب نبود او اینترنتش خوب نبود یکم دیم کی اینترنت او خوب نبود یکم دیم کی ما گفتیم که بگذار که همه آدم گپ بزنه برای 100% میدونستم که همه آدم ولی بیا گپ بزنه همین دنیس میگه بیا که برق تلفنش تیار میشه شارژ تلفنش یا که اصلا اینترنتش نمیشه که تا اخیرا گپ بزنه میدونستم به همه خاطر. اما یک چیز دیگه است برادرای عزیز، همه خیلی که برادر گفتین همین از در غربی اگر عذاب فیزیکی رو نکشی همین عذاب مرال که میکشی همین چیز هم سخته. اما یعنی با او خاطر نه که من عذاب من هم یعنی چطور بگم شخصیت ها از شخصیت ها فرقیت میکنه. من در زندگی به همین باور هستم که ما در این دنیا یک بار هستیم. نه من به خاطر این خانواده من به خاطر این پیش کامera گپ زنم من به خاطر این خانواده که امروز اومدن ظلم میکنن من به خاطر این خانواده که عصبهای من میلیون ها این خانواده میستن نمیخوام عصبم خراب کنم اما دل میسوزه من فکر میکنم اگر همه ما اگر روزی هر روز غم بخوریم نخندیم دلای ما سیاه میشه ما هم 50 سالگی در میمریم نمیبینیم که همین کی بین میره. آخی من امید دارم آرزو دارم که یک روز از بین بره. شما میگه یتت مجبور بکنه که خیلی نخند اگر میگه قطعی و سریوز نگاب زن آخی یکمش که نخندی نمیشه دیمش که او دردی که شما دارین ما هم به خدا که داریم. لیکن دشمن باید بفهمه که در هر حالتی که باشه در غار باشیم در غریبی باشیم ما این به خاطر عقیدت از کشور خودت بیرون کردن همین هم خودش یک عذاب است. اما ما باید دشمن را نشان ندهیم که ما ضعیف همت هستیم. ما باید دشمن نشان ندهیم که ما گریه میکنیم. ما با خنده ما با اون بیرق آزادی انشالله کشور خواهیم اومد و حتما کشور از این ظالمان و نوبکاران آزاد خواهیم کرد. بفرمایید دوستان برادران بفرمایید. برادر محمد جان بود برادر کلوب بفرمایید. اکا جان یا گپ آخرین سخن من میگم که قطعی و شما ملایم گپ میزنید نمیدونید که جدا مهاجرا در چی عذاب باید نه چی عذاب باید شما در دیگه مهاجرا گویا چیز انشا کو امی گروه انشا شما کوچا میزنید قطعی و گیم برادر او قلقایرامون دفاع میکنی یک بربر ارمیا پشتیام چرا رو تنشام ته برادر بگو چرا رو تنشام ته که ببینن آدمو تو وطن دوست داری تو چیزی وطنی از دا آخری گپش گفت که شما وطن نداریم ما وطن داریم. انا ما 18 سال به وطن گشتیم. اینا ما یکی با بالا همین قضا با ما موسوم روی میکنیم که وطن ما آباد شود. تو چی بدبختی اومگه که یک نامرد میبره چهره روش محکم که پگه با نمی یک کسیگه شاید در جای رحمان که با همیان همون کلیسیشون نمیکنم برای همون با چهره یا اون شناخته شود که هر سری همون گپی همون کلمه همون چیز شونده جواب دن همه گپو شونده ایتر نمیشه که امروز ما اینا چهره رو قدمه برامدن گپ حقش میزنم که من هیچ وقت هیجان خودم نمیترسم. اگر امی جانی ما که برای امی چیز رفتنی باشه امی خداوند تیستر بگیره شو ملت ما اوضاع چاکو من جان 100 برابر اوج بخشیدم در ملت این امی قما که میگم نکی اکا التماس قطعی و نامردم چهره روشونه ببروریم چهره روش ببرور که نامرده ببینه جهان که کیه خدا نگهبانتون باشه برادر. اکا بادور شری نری بانو خدا نمی خدا دوری مرد بچه 3-4 تن همی گیتو باننگ باناموز باشن اینه بر جانشون بگذارن که شلوی بدبخت سرنگو میکنیم مرغ چرخ نمیبراین گب نمیزنن حتی لایگمونی دمه ترسن. علی جان بله مرد شین مرد نامو سبی من دیگه گب زنم نمیتون دیگه نمیفورم همی برنامه را تو اندازه میگم تماشا نکنم گب نزنم اخی میبینی که دیگه همی آدم بیننگ بیناموس میتونه روش بگردونه دیوسی کنه بروه ناموس آدمی که هم مرد بچه هایی که ناموس دارن میبراین گب میزنن ای حق حقوق خودش دفاع میکنن.
майли як бор омем як бор бимбирем мардона бимбирем ма гап надорум назди алло дар рафти дасти холӣ нарем е мардаки хуб назди худовандам рафти ягон туша биги қатӣ бибар аммо ҳақ гуфтӣ дар роҳи ҳақ ҷиҳод кардӣ худованд тира як ҳаҷрат бита даву дунё бо гуфтаи гапо як ҷои хуб насибат кина чоплус бимбирӣ аммо худовандам медонад ки ту аммо наждак гӯя мелиштиш ту баҷо дузах мешава ки ту айва ҳамин ба шунавидагӣ намега ватан ай гӯша эмон ай агар ҳамин одаме ки эмон дошта боша ватанша дӯст медора уиш ки эмон надошта боша ватанша дӯст намедора мирғ чирғӣ мекунан авхелӣ чоплусӣ мекунан мегардан уҷада як гурӯҳ одамон ҳамин чоплусӣ мекунан зиндагии хуб доранд мештадникошам бародаро бием бихезин аҳ бача шумо ай худо битарсен ай худо ки битарсен ай и хеле бандош чӣ ба гуфтаи гапо метарсен бояд ай одам бояд натарса мард шава ӯ на балки президентай гуфтаи вазирай ҷазирай чизе набоша бояд натарсен бубироен ҳақ ҳуқуқи худтона дифоъ кунен ҳамақа мардбачаҳо гап мезананд охир ба андозае мегӯм ку хубтон мекунада света нархша вардошт ма бовар дорам имрӯз топага нигоҳ кунед нархи линчаи ортон агар 400 сум нашава бугӯ рӯтона сиёҳ ман ҳамин гапам дар ҷавоб мегӯм уже 315-320 дахестай як ҳафта пас мефаҳмӣ ки 350 шуда ҳамин 2 ҳафта пас ҳамун 400 сум мешава дар ӯзбакистон 150 сумай ба сомонӣ худмон ҳисобиш кунем 150 сомон мешава қирғизистондам ҳамин хелай бензин дар ӯ арзонай дар ӯзбакистонам арзонай худмон дар уже 12-13 сомон дахестай дар Россия 40-45 сумай нархи бензин абача худмон дар уже 90-100 суми урус дахестай 80-90 суми урус мешава дар иҷа 1 литр брезӣ дар 100 суми ҷа 2 литр брезӣ дар Тоҷикистон 1 литр мерезӣ бес фикр ки чӣ қадр қимат шуда ба чӣ андоза халқа зулм кестай свет нест абача нархи света киштестай нархи қиморша вардоштае ки халқ қиморша бихара абача бестем фикр кунен бо ина баромадоша тамошо кунен мега бе газ бе бензин бе саларка рӯзат мегзара як кружка овқати можно ижид кардан саралка набоша замина якҷо ҷуфт мекунӣ саралка набоша гандума чӣ хеле мечошӣ абача бензин набоша технико чӣ хеле кор мекунанд и чӣ тари гапа и чӣ тари кору борад این معنی گپش که خیامو به سرالکه و به بنزین و درست پس دیگه بهار میشه با میگرده میگه اونا ببرین کو پشتا علفا ساو شده یا کروشکای او بگیرین خیلی علف زده بگردین میگه با تو زمستان یک کارش میکنین زمستان میشه میگه نسک نخته بگیرین جمع کنین 2 ساله ذخیره کنین ای چی گپای خودش این یگان نمود زندگی در صف پسترین زندگی خودمونه از سخنات برمیاد که فرزند دهقانی درباره سلرکه و جفت همی گپ زدیم آخه برادر زمین کشت کار آخه با نو یک گفته گپا بدبختی دیگهش در اونجا مناپول یکی پریزیدنتی کلوب میگیره خچه کیه اون نفر که خچه پریزیدنتی کلوب میگیره اولی به زردیف کبوتیف اون اوش پول همه جورا مناپول یکی گرفته با شای شاهانه بزمکف نیست بزمکف او بزمکف شما میشناسم ای زردیفش دیگه ای بزمکف هم یک بزی دیگه او بزمکف شن هم منته همونجا این خلق بسیار جبر که ای خلق بسیار شنونده او بزمکف ما اولاد شمشناسم این بزمکف ما اولاد شمشناسم هم یک اولاداش خطی همی به نزدیکی هم صحبت شدیم پشتی همون خیلی گپای کتا زد که خیلی جوابای خوبش دادیم چی جوابش دادیم؟
چیشمه گوشه گفتم مرغ اون بزمک فدیک حرام ادام اویا بزای گفتم او خلق کلوب همارا پستا وکا بوده محکم کسته. به خاطر چی فکر میکنین که خلقی حاضر در همین حال حاضر اکثریت میبینیم اکثریت مردمی گبزن خیلی زیاد از مردمی کلوب است و چی مقصد همین رحمانوف از این که مردمی کلوب زندان میکنه و عذاب و اذیت میکنه مقصد من نمیدانم ای جناب چی نفرت داره به خلق کلوب که خلق کلوب کو ای پیرانسالش سرکگی تونمو جوان شکو محکم کرد میبرم میشکنه محکم کسته نمی خصوصا خلق کلوب ترسان کنه میگه که باوری کامل دارم نقلی با دل پر میگم گپ میزنم خصوصا خودم یک امو شهروند کلوب مینه هر یک شیر بچه داره که کمی در کمی دیگه مونده آخی خلق خوشه بزار ایجان شده ما باور دارم که همین نه برنامه در نگاه میکنم فقط خلق بسیار خلق کلوب برآمد کسته ایشالله و رحمان یکون سرخری میشه و ای کلوب باید ای سر شوه انشالله خلق کلوب شردیلن یده تنخیلی مرغا دارن یده تا چوپلوز دارن یک تا سری خسار میبروید تکسیست گب میزنه یده تنخیلی مرغ کشه ایشالله که وشم درک شد داریم وش حال یک وقت ساعت شوه ورکو بخد و قسم مخواه کلیله کده تپچه مونده کارشونه حل میکنیم ایشالله با هم ریختو خواهش میکنم که دشنام نکنین چون ما دشمو نکدم ما کلیله شون میکنیم تمام خوب تپچه به هم معنا فهمیده میشه شما در اینجا انتظار باشین که دیگه برادران رو حرف تیم انشالله که باز با شما صحبت میکنیم خیلی از کم نیست یکون هم چوپلوز باشه داخلش که قطعش صحبت میکنیم مردمی که در تاجیکستان هستین شما میتونین داخل بشین و این چورکنجایی که در پیش من میبینید دوستای عزیز این همو است که من امروز خواستم که با 4K این افیر بگذارم یعنی پخش زنده را یعنی در سطح خوب که شما بتوانین عکس من خوب ببینین و برنامه خوب باشه تیارگی دیدین تیارگی زیاد دیدم اما همون 10% نرسید 10% نرسید که در فکر اینمی چورکنجه را گرفتم باشیم چون ما از در پیش صحبت هستم و ایرا نمیتونم ایرا باید خوب فهمیدن در کار که چطوری را باید از پیشم بگیرم و تشکر میگم با تک تک شما که شما در اینجا هستین و همه اون استادانی که در اینجا نشستن من علل خصوص با اون عالمان و اکادمیکایی که در اینجا نشستن تشکر زیاد با شما میگم که ما بنده کوچک و ما بنده یعنی خالص تماشا میکنین یعنی انسانای خوب هستن واقعا میگه انسان عالم هم انسانی هست که از خودش پستر هم نگاه میکنه و با تشکر به همه خواهرها و مادرایی که در اینجا نشسته هستن و واقعا من خوشحال هستم که امروز انهای تاجیک داخل میشن تماشا میکنن انشاءالله که شما خواهرایی که در غریبی هستین در غربت هستین روزی بیا که به خونه هاتون بر بگردین و سربلندانه زندگی بکنین و یا انشاءالله که برنامه هر روزی پنجشنبه ساعت 18:30 یا ساعت 19 این برنامه میشه چون که الان ساعت تغییر یافته شده است و یعنی خیلی زود شب می شود به همون خاطر مجبور شدیم که شاید مجبور بشیم که 1 ساعت بیشتر بیاریم برنامه را اما شما ناراحت نشوین حتما ما در این برنامه صحبت خواهیم کرد و کوشش کنین با دستگیری شما من نگاه میکنم که شما دستگیری کرده ایستادین تشکر زیاد لایکای خود بگذارین و باز پخش کنین بگذارین تا مردم ببینه واقعا بخشش میپرسم که امروز کمی همین درباره تکنیکی کم‌آوری کردیم من از شما بخشش میپرسم و با همیشه گفتگی هستم دوستای عزیز که من از روزی که در یوتیوب اومدم احساس کردم که شما طرفداری میکنید احساس کردم که بله بعضی خطاگی ها را میبینید و نگاه نمیکنید این هم از بزرگواری شما هست و لایک میگذارین باز پخش میکنین و دیگر چیزها انشالله که در روزهای آینده و در برنامه دیگر بتوانیم که بیشتر در موردهایی که در موضوعی که میبینیم صحبت بکنیم تا اینکه یک برنامه جالب بشه و انشالله فکر میکنیم که این برنامه هم جالب است چون شما در اینجا حضور دارین حضور شما برای من مایه فخر است خوش آمدید تک تک شما و هر یک نفری که همین تواضع مرا در کامera نگاه دارین من برای هر یک شما
برای هر یکی شما آرزو دارم که همیشه چهره های شما پر از خنده باشند، شما همیشه خوشبخت باشین و همین خاطر خوشبختی شما بلندی کرده است که من امروز با شما صحبت میکنم که آرزو دارم. هیچ وقت نمیخوام که آرزوم از من بگیرن، چون اگر این آرزویی که من برای ملت، آرزوی خوشی که من برای ملت دارم، خدا نکنه اگر یک روز این آرزو از من بگیرن، شاید که دیگر من زنده نباشم. به همون خاطر این آرزویی است که من به این آرزو زندگی میکنم. تشکر زیاد. باز هم بفرمایید دوستای عزیز که در اینجا هستین صحبت کنیم. برادر آزادی اکای عزت امان در اینجا هستین، بفرمایید. هلو، هر یک نفری که میخواد در استودیو صحبت کنه بفرمایید. دشمن ظالمان برادر ممکنه گپ زنم؟ فرمایید دوستان، فرمایید. موضوع درباره همین بنزین گاز ارد و همین چیزا بود برادر. همون یا چوپلوس درآمد گرفت گپا کیم که جو برد گرفت 100% گفت ایتا گفت خای سالارка 15 сомон шидаги бародар, медонӣ? 15 сомонаш мешава зиёда 100 рубл. 100 рубл, яъне тақрибан 1 евро 10 цент. бале, ҳамин қиматӣ карга и чӣ сархирӣ кардеста, иншалло қариб мондагиай, сархириш қариб мондагиай. бале, ҳар вақте ки диктаторҳо чӣ хел аз байн мераванд. абинат ман кӯтоҳ бори шумо бигӯм. диктаторҳо ҳамон қадар зулмушу болое мешавад дӯстои азиз ки дигар ҳеҷ ақли инсон намегира ки дар ҳамин кишвар зиндагӣ кардан мешавад. ҳамон ҷо ҳаст ки дигар мардум ба ҷӯш меоянд ва мегӯянд ки не, дигар намешавад, як рӯз хаб кунем, хаб кунем, як рӯз хаб. хохам мусфедову кампирои ки мегӯянд бачам хаб ку сари хама шамшер намебарад, ӯ мебаранд як рӯз. این نسل جوان اگر یک روز اینترنتش نرسه کو قوری همه را میکنه. اولی شما بستین، اولی یک مایده که دیگه صبر کنین که این مردمی که از سال 2000 بعد تولد شدن کم کلون شوند، بعد اون زور شما را نشون میتن. اولی نه وقت شما رسیده است، اولی نه گرمی تاجیکستان اومده رسیده است. ان شاء الله که این ظالم از بین رفت، ما حتما یک کشور خواهیم ساخت که در اون کشور هر فرد این ملت از زن تا مرد بتواند خود را خوشبخت حساب بکند. فرمایید دوستی عزیز. بله برادر، ما هم گفتانیم که همین بدبختو در گفتانیم که همین بدبختی آورده است در تاجیکستان کو انشالله کو با کروی کاگیشون پشایمون میشوم. والله قسم ای هازی وقت کو استعفا تبره و یکمش دیمش کو کدام بدبختوی که در اونجا دومودوش کدامی هست نیست که این خیلی اپراولیت داره مونوپولیا کدگیان همرا هنم آدمو هازی وقت دارن که ایامی چیز دستکشی کننده قیمتی مونوپولیا کردگی همه را دستکشی کنن که بخدا بدبختی میورن بخشونن. بعد در اون مومنت که اکم بخشی ایتاری نیست اوجا دیگه، اوجا فقط نکازت های خیلی دیگه میبخشی نداره، پشده نیست دیگه. ما فکر شما ملت اینها رو نمیبخشد دیگر، یعنی با این باوری نیستید که ملت والله قسم ای نمیبخشن ملت رو، بخشی نمیبخشن. همین برادر آدمی گشنه کو با شیر می جنگه میگه. وقتی گشنه خواهد کو گشنه نشده است که با شیر جنگ کنه، یعنی نه اوجه شیده است، اوجه شیده است برادر، اوجه سر شیده است. همین اوجه جنگ های همین وقتی گشنگی اومد همین جنگ های برادر دیگه تموم. همین اوجه گشنگی اومده است، اوجه بیزور شید خلق 300 بلو خست آرد روغن ها بینه چند سوم شیدگی 5 لیتر روغن یا 120 سومون یا 130 سومون نمیدونم یا 150 سوم میشه ممکن. یک دیمش ای ارد قیمت ایس سوید کشی با پلوس قیمت واقعی سوید نیست برادر، سوید نیست. در تاجیکستان سوید نیست، گوریستان کردن بیشت نه، روی بیشتی روی زمین نه، قبرستانی روی زمینش کردن. ده بله دوزخ روی زمین کردستان، قبرستانی روی زمین کردستان. برادر میبخشی من یک دو سخن کنم میبرم که برادر مرا میفوره که لینچه ارد 500 سم شوه، روغن 5 لیترش 200 سم شوه، بنزین 12 سم 30 سم شوه، سالارکا 45 سم شوه،
جناب اولی وردار نرخه بهترین کار میکنی وردار نرخه سوید عموما خلقی ما را نتی صدقه سوید چون کنه و سوید تاشونه بکش همون یه پیولاوی گفتگی 100% تشون یه پیولاو قیروشونه برن که بینیم چی گب میشه و با یکون دیگرگومی میشیده باشه من هم قگب داشتم یک نصیحت دیگه شما کنه که با سیاست دست نزنن یعنی یک پیوله آب آرد قیمت کن خو همون را میگم باید که با سیاست دست نزنین من قول شما را میکنم من میگذارم که یک قابچه آرد یه ماه آیلی که شما باشه یه ماه پلی کارکردگی شما باشه اما با سیاست دست نزنین که قوتو کندگی های ای برادر نمو دموی که دنمو کلوب نمی برادر گپ زد بهترین گپا را زد در کلوب دوار نیکن اون همونجه که خدا کار میکنن 250 سم اویلک شاید پریسته که در 250 سم او بیچاره لینچه آردین از 320 سم شیده با اون مجبوره که 70 سومون دیگه قرض کنه بعد یه لینچه آرد بخره خونش بره ولی بوده عربه پولی در کاره تاکسی پولی در کاره نه اون عربه کش هم بگی با خونه ما برای چی نگه 20 سم تمه گیره عربه کش ولی موشین نگو تاکسی را نگو تو بس فکر که اون مردک آردمه بره ازم نداره سوید نداره او آرد اون نونه در سر دیلش میپزه در سر قورش میپزه که بوده کشه بوده شما تاکسی برادر بخشش تاکسی کلوب دوشنبه 100 سم یا 110 سومون شیده بجی تاکسی представить که ای هست باور بدبختی را با خدا قسم بدبختی را آورده است که ایزل میکرده است برای ضرر خود شای برای فایده یگان کس نیست ضرر خود شای ضرر اولاد شای ضرر انمو دومادو شای دومادوش بشنوین که با خدا که کلتون آره قطی میبرم کلتون آره قطی میبرم اوزود نمیام برادر شما حقیقا تهدیدی سخت نکنین کلا شما میبرین این مردم میخوان که اونا را سری محکمه بکشن اونا را زندان کنن که برای دیگراش کار شوه شما که فقط سانسورشون میکنیم زنده سانسورشون میکنیم زنده نقه سانسورشون میکنیم زندان حرام میکنن او برای که زندان در برادر سنگ بمبرن ای دومادوش هم قبیسیار شیدگه که نوساشون کلون شیدگه او بروتاکی و نخه بروتاکی بروتو نخه پیمه دوره این که بروتاتون هم میچینیم یعنی به همین تا همین حد بیزار شدگین از زندگی که آماده هستین که هم تا تهدید کنین نه؟ برادر ای برادر اینا ما امیره انتظارم که اینا گروه 24 گروه محمد اقبال اینا با شما اینا که دنوم خدا بمبرم با یک صف زیاد شد خوب شد بگیرن این کلوب تشکیل کنیم بگیم بخیزیم دیگه نگاه نکنیم در اروپا این در روسیه این در جای زیبه چیدیم بخیزیم بریم وطن آخی که تایسون اوجه در اون آوردن و اینشون در اون درن میدرارن کو نطوری غلام تون میکنن درست پس نهیم چینچانو نمون سویتو را ساز میکردن در کلوب کو یک وقتای همون کلوب در بسپریدلی کنه که کلوبی اوورا گرن شکستنشون اگر و ارمیاشون در این تاجیکستان در بدرورن کو با گرن مرختان میکنن خیزن اولی هم سری وقت خیزن وطن تون محافظت کنن بخیزن اپشتی خیلی به عقل و به سوادو نشین که چینچانو بیان بخدا قسم خیلی پولی نوجه را چینچان میکنن او میبینید توبه کم خدا در همین یوتیوب دیدم یا دختر تاجیک شوکاده چینچان دایی بمبری نیولتون در خواراتون اپاتون اومده در درنی وطنتون تجاوز کردن دیوسین و خب بلد نمیدونم چی طریق افزانم دیگه خواهش میکنم که اینقدر تهدید و توهین زیاد نکنین بله برادر ای برادر نمی منو چیرون داری خودتون برادر یک سوال خودت فرم یک سوال نمی شما در ایمینوی فرم این نمی خوار شما یک چینچن در شو نمی ببرای شوک نه ایسابی چی همون شو میکنه ایسابی نداشتنش
حساب کم بغلیش حساب نداشتنش مجبور تام فروشی میکنه فهمیده است همین در ناموسی تر نمیبره. اینجا یک گپ دوستی عزیز وقتی که ناموس چی نمیگن ما به خاطر چی مثلا قلم گذاشتیم شمشیر شکست است ما میخواهیم که نفرایی باشیم که مثل رحمانوف نباشیم. آینده وقتی که ما با تهدید ما نمیتونیم که بیم سر دولت مردم بگیم نه اینا ما با تهدید اومدیم. مقصد من از این از برادر عزیز که همون تهدیدایی که تو میکنی همون درد که تو داری ما از همون درد شما قطعا زیادتر درد دارم باور کن دوستی. انا برادر این تهدید نیست این تهدید حساب نکنین را وقتی که من یکم گپ نمیگم وقتی که شما دوستی عزیز وقتی که شما یعنی توهین میکنین به این مردم شما را تماشا داره. امروز همون نفری که امروز گپ میزنه اینا خوب فهمیده بدون که در آینده یکم کارگر حکومت میشه. این معلومه به خاطر چی به خاطر که در آینده ما نیاز به کادر داریم. چی میشن همون کادرها؟ همون نفرایی که ما دیدیم که واقعا اونا ناموس دارن. امروز بگه در تاجیکستان نوآوری میشه ما باید که ببینیم امروز بگه در تاجیکستان این حکومت عوض میشه. این مردم یگان حکومت دیکتاتوری را دیدین که 40 سال زیاد باشه خیر بغیر از این بعضی کشورهای خرد همین کدافی را دیدین که زیاده 60 میلیارد فقط در فرانسه داشت. وقتی که روزش اومد ساعتش اومد از بین رفت. امروز هیچ چیز از کدافی دیده نمیشه و روزی خواهد رسید که از رحمانوف هم هیچ چیز دیده نخواهد شد. به همون خاطر دوستی عزیز وقتی که ما میخوایم یک جامعه بسازیم که در اون جامعه هر فردی اون ملت خوشبخت باشه ما باید با تهدید پیش نریم. بله درد میوه انسان ما وقتی که تهدید میکنیم رحمانوف میگه اینا ببینین اخی هم میگه ایمن چه فرقیت دارن این هم تهدید کردن. ای برادر ما ایمنوی با ادرسی همی حکومتدارا تهدید کردیم. ما خلق خودمون ما خلق امیر خلق پرستوی یگان گپ نمیگیم. ما خودمون یا پرستوی آدمیم ما خودمون مهاجریم. اگر بمینه نیمه باشه که ما بزار ایمی خلق کلزردک شیدم ایمی چورکا میگن میبینن میفهمن تاجیک کنه خیلی پریزنواتت نمیکنم با آدمت نمیشمورم. من میخوام که بخیزن همی مرد بچه ها غلامی را بگردن نگیرم بخیزن فکری پای کار بر سوم چیز همه در وطن خودمونه بریم وطن خودمونه بود کنیم و خیلی بچه که بستنه ما 20 سری ساله در مهاجرت می دیلی مرا گرفته والای قسم کن آخه با چی بگم دیگه ای بچه او تامور ندیدمش میفهمی او تامور ندیدمش که قیمت ترین آدم بود من ندیدمش در روی مردش نرفتم یا بلخوک پارتم که همون خدارمتی بگه که من با امید فرزند کلان کردم روی ما و فرزند سیاه همینجا همه کسا میگیم خداوند رحمت کنه پدر شما را خداوند جوش جنت کنه. رحمت اکا جان رحمت به همدردی تو نه که برادر اسلام ما نخوا باید ما نخواهد که نه برادرای دیگه ما نه با دلشی ما نبینه همین روزای ما دیده گیره بچهش داخی از تفریلا دیگه ما میگم که خیلی ما گپ نزنم یکم برادر دیگه را خوش که گپ زنه که اوجه بخدا قسم گفتی حسین اشروف که همین کم کم اوجه نرویا و گرمی بد شید اوجه دیگه نمیبرداره ناموسم نمیمونه دیگه مرا همین برادر عادی گبزه نمیتونم ناموس تا در کارهای خوب یک گپت میگم برادر عزیز ما امروز هممون یک دشمنی مشترک داریم. این دشمنی مشترک ما میخواد که ما ضعیف باشیم. این دشمنی مشترک ما میخواد که ما پرشکسته باشیم. اما ما باید نشان بدیم که ناموسی ما نامگوی ما هست و ما نه پرشکسته نیستیم. ما کوشش میکنیم وقتی که نگاه کنید دوستی عزیز دنیا مثل جنگله دنیا مثل برادر میبخشی دمی گپ برادر بگذار که تا آخر صحبت کنم. وقتی که در جنگل زرگوش هست در اون جنگل گرگ هم هست اما هیچ وقت زرگوش به گرگ حمله کردن نمیتونه. به همون خاطر ما باید نفرانی بشیم که نشان بدیم که رحمان بفار نفرات از بین میره و من خیلی متاسف هستم دوستای عزیز که امروز مردم ما مجبور هستن به خاطر یک نولانو به یک کشور بران که در اون کشور احترام کردن نمیشن. من دوستی عزیز میگوی درد ندارم منم درد دارم. همین 2 ماه اخیر دو مادر بزرگ من یعنی 2 اویم به لهجه ما بگم مرد. 2 اویم ده همی 2 ماه اخیر وفات کردن
ما به خدا قسم در تمام اولاد ما زیاده ای 40 تا وجدگی کو یک بار دعوتم کردی نیستن. به خاطر چی؟ به خاطر میترسم، به خاطر من عقیده آزاد دارم. 40 تا وجدگی فرزنداش این حاضر صاحب فرزند شده شدن کو من خبر نکردن. تنها به خاطری که ما به خاطر عقیده ام امروز به وطن خارج شدگیم. دوستی عزیز منم درد زیاد دارم، به خدا خدمت میقپم. این دردا در همه ما هستند، اما ما نباید نشان بدیم رحمان و فقیر ما در 50 سالگی ما میمریم، ما در 50 سالگی اینفکت میشیم. امروز نگاه بکنید مردم ما چقدر در 50 60 سالگی تمام مردم مرده هستند. به خاطر چی؟ به خاطر غم، به خاطر نارسایی، به خاطر سرخمی. درباره روسیه گپ زدی که از سرزده و بیزار شدی. من 2014 بود برای یک برادر تاجیک من تا 2014 در روسیه بودم، از 2012 یا که از 2011. یعنی یک برادر تاجیک وقتی که خانهش پیدا کردیم من کمکش کردم که خانه پیدا کنه. وقتی که من بردم اون صاحب خانه رو نشانش دادم، منم تاجیک هستم، برای من هیچ چیز نگفت. اما وقتی که این نفر دید رو کراس طرفم گفت این تاجیکه. گفتم که ها. گفتم با تاجیک نمیتونم خونه. این قدر به خدا دلم سرد شد، این قدر ناراحت شدم که اینمو باعث شد که گفتم که نه دیگه باید مبارزه بردن کنم، دیگه این راه نیست، دیگه من نمیتونم که ملت ببینم در این حالت. این درد همه ما و شما داریم، اما با تهدید با طعنه کردن ما نمیتونیم پیش بریم. امروز ما بیایم یک برنامه خوب بسازیم که اینم امروز اینم امسال میخوام کار میکنیم. ان شاء الله به امر از خدا یک کم مونده است که این مبارزه ما، مبارزه مدیوی ما، مبارزه پروپاگاندی بر ضد رژیم ان شاء الله به نزدیکی به جای خودش میرسه. 80% رسیدگی، همین 10% دیگه موندگی، ان شاء الله 10-20% دیگه موندگی به جای خودش میرسه. ان شاء الله همون روزی که به جای خودش رسید 100% این مبارزه مدیوی و مبارزه با اخبارات عامه و با اینترنت این چیزا ان شاء الله که با دیگه پلانا سر میشوند که من نبینم که هم آدمایی که امروز در اینجا در اینترنت صحبت داریم بعد بگن که این ما را خبر نکردن. ان شاء الله به امر خدا شما باشین، چنانه که یاد داشته باشین ما چند سال پیش میخواستیم انقلاب کنیم، اما بسیاری ها وعده کردن. برادر گوش که اگر این داشته باشی ما به غرض این واتساپ خیلی چیزاش صرفم نمیرم. امیجا داخل شوی را حسین اشرف یادم دادک برادر در کار شوند نمره شماری دستی ما در کار شوند یگان نمر در تای همه چیزات بنویسون عدل نزنگد میزنم خطیت گب میزنم نمی نمره دستی ما میتونم 24 ساعت 25 ساعت اگر در یک سوتکه 24 باشه اما در 25 ساعت کار میکنه. ما چهره آشکارم گپ زدیم جواب میگم این برادرم السلام علیکم به خدا قسم لوبای ابراهیم بگی همین انقلاب تسر که نمره ما اینا میتوند لوبای ابراهیم زنگ بزن والله قسم اگر زد نخواد زدم بگوید تتور آدم بوده. بگذار که همه خیلی نفرهای خود صدها نفر هزارها نفر شد نمره شماره تا در تای همین چیز برنامه بنویسون برادر. اما که وقتی که شماره گذاشتم ان شاء الله برای همه میگذارم شماره. در حال حاضر نمیتوانم. تشکر زیاد از صحبت شما امروز در برنامه ما. برادر گرامی از خود لندن ایشان خلیفه و یکی از مخالفین منتقدین یعنی پر جسارت تاجیک بر ضد عملی رحمان است با ما در علاقه هستند. برادر عزیز خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. با شما و بینندگان شما خیلی باید تعریف میکردی. این روز فهمیدم که خیلی وقت بالای باد بودم من. امیدوارم عینکات زیباهن. بفرمایید دوستی عزیز. امیدوارم که خوب باشه خودتم و تماشاگرانم. منظرت که من کمتر دیرتر در اومدم من در راه بودم و خستم بودم. باشه. امروز موضوع ما درباره قیمتی و بی‌برقی است و یک نفرم از داخل تاجیکستان در اومد گفت که ما 9 ساعت برق داریم ما راضی هستیم. در همین باره چی گفتنی؟ اصلا این مردم اگر برقش همه تن راضی های 9 ساعت گیجه کلا نه تن راضی های. همین زمانی که بعدی که همین سر قدرت رسیدن سال 2000 این طرف رحمان و سید کشی خاموش کردن برق خاموش کردن. اگر لیوتون باشه ما و شما برق ماهش قدی نمیدادن کلا نه ساعت نه شب نه روز
هم منطقه ما خیلی بود بعضیش که نه ماهش خطی یگان بار نمی گیرونش نمیکرد نیابر گیرونش نمیکرد ماهش خطی اما مردمان روزی بودن اکولی با 6-7 ساعت تا که با لیکن اینجا ما روز هم گفتم سبب دیگه برنامه هم که سبب برکشی رحمانوف در چیه در تاجیکستان یک مواد ما داریم که خیلی مواد بایم این نامش انگیشته مواد سوژوری انگیشت مثلا 100 کیلو 100 تن و 1000 تن ما که داریم 93% در تاجیکستان که و ما الحمدلله که این چیزی ما نمود سوژوری که داریم و این دست فرزنده رحمانوفشون و این برخاموشکنی تو وقتی که هست سر قدرت حکومت رحمانوف هسته این دوام میوه چون که این یک پوله برای حکومت برای فرزنده رحمانوف یک پوله اگر او برق اگر باز مثلا خاموش نکنن فکر که اگر او در یک سال 100 تن کمر بفروشن اگر برق خاموش هم نکنن محلهایی که مثلا دعو مرغوب و ونج در روز جایی که بلند زندگی میکنن گرچه برق خاموش تا باشن کمر میخرن اما در او درجه اینه که مثلا اگر برق اگر خاموش شود مثلا اون مردک بخره 10 تن نه که برق لیمیت نباشه میخره 1 تن و این برای رحمانوف برای فرزنده او را این ضرره حاضر دو فایده میبینن هم کمره میفروشن در مردم هم برق میفروشن مخصوصا نمیتیرم هم کارا میکنن یا مدام بعد یا کاری میکنن یا که آینده را نروشن میکنن یعنی میگن که تعمیر رفته سای تعمیر یعنی چند که یه هفته یه ماه 2 ماه 3 ماه و یگان بار مثلا این اول زمستان تا آخر زمستان مثلا بدون لیمیت بدون مشکلات برق برای مردم دادگی نیسته آیندهش نروشن میکنه و مردم وعده نمیده که مثلا یک هفته پس کار پروفیلاکتیکی ما تمام میشه و بعد یک هفته ما برق برای مردم میتونیم بتیم این گپا نمیگن هیچ وعده نمیتن یا از همون نمیستن نه ببخشید نمیدونم اینترنت ما فکرم برق کلا خاموش میکنن از طرفی یا میگیرن نه برق خاموش که میکنن نه کمره میبردارن یا یک نیمه کلا میفروشن در مردم که فروختن بعد و کلا لیمیت های بین نمیبرن یک با سر میتن برای مردم در بین مثلا میکشن خاموش میکنن وگرنه اگر دعوا دارن که نه این دروغه چرا مثلا روزنامه‌نگارا یا یک نفر یا کسی دیگر نمیگن نه مرحمت بیاید نکرو پروفیلاکتیکی ما تاید مثلا زیر ریسک دا بیاید ببینید ما چیکار کردیم یک حکومت عادل یک حکومتی که مردمی است باید در خودش نشون بده بگه اینا ما کار کردگی ما نمیکنن چون که چیز دروغه اگر بگذارم که اگر همین کار گپ گفتگیشون حقیقت داره در این حالت هم حق ندارن که اینا برق خاموش کنن در یگان حالت یا حق ندارن برق خاموش کنن ما روز هم گفتم جنراتور بخرن بیارن یک منطقه دا بزنن دیگه منطقه یک منطقه را بزنن و جنراتور بزنن که مردم سوید بگیره برق یعنی ای برق تامین باشه جایی چه تعمیر کنن ندارن کلا برق خاموش کنن برای ملت ما میگم اصلا شاوروز نتش براش مثلا چیز عادیه نه برای کشوری که پیشرفته یک کشوری که مثلا آبادن تحمل کردن نمیتونن که یک ساعت به برق باشن یک ساعت به برق تحمل کردن نمیتونن کجا برسه 24 ساعت یا سال ما ای وای ما در 30 سال استقلالیت ما نتونستیم که یک برقی یک مثلا مردم با نیروی برق تامین کنن در 30 سال استقلالیت که ما داشتیم میره امروز ما اگر در اروپا بگیم که مثلا ما تاجیکستان برق نداریم مشکل ما شما خودت میدونید باور میکنید ما مثلا یا خنده میکنی شما میگه مسخره میکنی
امکان نداره 2021 حتی در افریقا در کشورهای کمبغلترین با همون چوقتی برق بردگیم به خسب خپور شدن. بخدو اگر ما امروز بگیم ما برق نداریم ما را مسخره میکنن. بعد طرفدارای حکومت چی میگن؟ میگن شما آبروی ملت پاس میزنی، آبروی کشورتون پاس میزنی، اول ندون به مثلا شما چی میکنی در عرصه بین الملل که سطح آبروی رحمانوف و حکومت پاس میوری. شما نمیدونید که مثلا بریتانیا در تاجیکستان سفارت داره، آلمان سفارت داره، فرانسه سفارت داره، امریکا سفارت داره. اونا جامعه مشکلات جامعه را میبینن. اینا ما را میگیم او میبینن کو اونا میرسونن که بعضی تاجیکستان چقدر زندگیش تحت یا برق نمیتونه تامین کنه. سال دا اونا خاک یک غناجین دیگه سجعفر عثمانزاده اونم روی میکنه همه جا. اغلبی میگه سال 2000 سالای که نه چی بود، میگه او وقت مردم یا تلویزیون داشتن مثلا یا اخشال داشتن. امروز مردم میگه ماشاءالله همه تلفن دارن، تلفناش زرد اونا برق نمیرسه. این گپ بیا که همه تلفن دارن، میگه همه از تلفن شروع کرده. تو نگو تلفن رو حساب کنی. ما سال 2000 چند تا نیروگاه داشتیم. باشه برادر عبدالله، یعنی میفهمی همه در بدبختی در چی است؟ همه در بدبختی چی است که ما در عصر 21 ساعت در اروپا 21:56 شیشتیم درباره بیبرقی گپ زدیم. یعنی این ایمیده دیگه گپی بالا نیست که ما در عصر 21 در یک کشور میگه که ما پیشرفت کردیم، در اونجا ما پیشوا داره، پیشواش 1 ساعت نوم داره، همینجا 10 بار نومش میخورن دیگه نمیفورد که همون تماشا کنی همون گپ زنه. امروز ما با یک نفری که خودش نمیدونم بهترین انسان دنیا اعلام کرده است، نه که یک برقی که تمام دنیا از چیزهای عادی از که تمام دنیا هست در تاجیکستان نیست. اینمی مایه بدبختی ما که ما امروز در سده 21 درباره بیبرقی گپ میزنیم. از کامپیوتری که امریکا کرده است استفاده میبریم، از کامپیوتری که امریکا کرده استفاده میبریم، از یوتیوب استفاده میبریم، از کامera استفاده میبریم، از همه همین چیزا استفاده میبریم که درباره برق گپ زنیم. واقعا همین چیزا پیشرفت و استفاده بردیم که درباره بیبرقی گپ زنیم. این میگم 4 تا گفتم مردم خدمت چراغ زده لامپچکا. این مشکلاتی که ما در تاجیکستان داشتیم، این مردم خودشون بگن که همین مشکلاتی که ما داشتیم از اول یعنی مثلا استقلالیت تا امروز کدام مشکلات رحمان حل کرد، کدام مشکلات با پررگی حلش کرد که دیگه اون مشکلات مثلا برای مردم یک مانع ایجاد نمیکنه. از روز میفهم رحمانوف میگه که دیگه برق میگن که 2006 شروع کردن سنگتوده یک تمام شود به برقی تمام، سنگتوده تمام شود به برقی تمام، نقد تمام شود به برقی تمام، ایش تمام شود به نقد تمام، روغون تمام شود به برقی تمام. همه نیروگاه ها را پشت هم ساخته استانش. میگن نه دیگه اصلا دیگه تمام. مثل که همه جوان ها را ابلاغ میکنن اعترامو تمام، ای بهار تمام، اعترامو تمام، ای بهار تمام. 30 سال خودشون میگن رفته سای. یگان مشکل نیست که رحمانوف حلش کردگی باشه. یگان مشکل تاخیر رحمانوف حل کردن، نه راه درست کردگی تونست، نه برق تامین کرد تونستگی، نه مثلا این مشکلاتی گفتم ابلا با اینا تمام کردگی، نه سر من نه برای موجود کوشش دادگی، هیچ کار کردگی، هیچ چیزا کارش با آخر رسوندگی نیست. فقط فیک در زبان مردم دروغ بلا 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 میگن تمام میره. ما برای مردم در همون مثلا ویدیویی که در فیسبوک پاستم منظور همین چی بود؟ منظور این بود که یک کشور دموکراتی اوجا مثلا یا برخه برای چیکار کردن در مردم در پیش روزنامه‌نگارا میرون نمیبروین گپ نمیزنن. مشکل در چی مثلا سر چی رفته است؟ در حالی که ما شما رو گفتم یک کشور دموکراتی یک حزب یک سر قدرت میاد، هر لحظهش هر یک کاریش که میکنه آنلاین برای مردم نشون میده. ثبت کنه با ببره و قیچ کنه نه، آنلاین نشون میده برای مردم. آنلاین یعنی در پخش زنده افیر یک کامera قفوز خود افیر گشته است، هر یک لحظهش در مردم را دیده است که چیکار در مشغول است.
این کشور مثلا همه کشور اینا مثلا بیایم بریتانیا ما شما رو گفت نشون میدم که هر روز یک حزب سر قدرت اومدگی پارلمان کامرا زدگی هر روز مردم گزارش میتن این نمیز رفتم چیکار کردم مردم میبینن که حکومتش چیکار میکنه هر روز دنبال چیه وقت در چی صرف میکنه رحمانوف کی آنلاین قطعی مردم صحبت کرد در 30 سال استقلالتش اینا ما شما بگن در 30 سالی که رحمانوف در سر قدرت بود یه بار آنلاین صحبت کردگی هست بدون قیچی کردن همه روزنامه‌نگارا باشه نیست یعنی حکومتی هسته که حکومت مردمی نیست اگر او میگه حکومت مردمی هستن یا حکومت مردمی نیستن اینا صدر اعظم آلمان ایکور را فردا بین مردم زندگی میکنه نمیترسه زندگی کردن که در بین مردم باید که وظیفه را داد باید بزنه برای در آمریکا زندگی کنه برای چی نمیره برای که در وقت یک سر قدرت بود خون یک کس مکیدگی نیسته برای این ترس نداره آمدن است رفتن است خیلی نه که آمدن است بازور روان کردن است یا کندن است و ما سخن درست کرده نیستم برادر جون منوچهر من میخوام دیگران صحبت بکنن فقط برادر سخن کنم میبرم در امان خدا باشین یکم بهترین سخنو کرد در پناه خدا باشین یا در تابستان هم سویتر هم میکشتن میپرسیدیشون برای چی میگه ترانسفرماتر و اگریگاتر گرم میشه و ایسوب گرمی افتو میگه اگریگاتر رو کار نمیکردن در تابستان حالا که زمستان و هر بانه میکنن اینا یک چیز نیوک یا مثلا میگن که ما اگریگاتری نیروگاهی برقی آبی یعنی اگر شما فرض کنید بارون نباری مردم برق نگیری فرض کنید به بارونگری شید مردم آرد نخری اگر یک حالتوی که اقلیم مثلا در کره دنیا تغییر اقلیم رفته است و تغییر کنیم با مردم باید برق استفاده نکنن ماشین های نکنن نخرن نپوشن زن نگیرن جناب گفت کو سرالکه در زندگی در کار نیست هر یک کشور هر یک حکومت ذخیره باید داشته باشه اون حکومتایی که پیش رفتن حکومتایی که مستحکمن برای مردمش برای اهالی که اولو بگیم 100 میلیون 300 میلیون 5 ساله ذخیره دارن 10 ساله ذخیره دارن برای هر روز مبادا یا ماه ذخیره رحمانوف نداره برای 10 میلیون نه برای 5 میلیون یا ماه ذخیره نداره او میکروفون تا خاموش کرده بردارن چی او یک برنامه شد تماشا که میگن است که نخته ذخیره کنی باز همون ذخیره هایی که میکنن در دیگر کشورهای پیشرفته هر سال با اونا رو عوض میکنن نوتوزی میکنن که اونا از بین روان خراب بله که اونا مثلا استفادهش که نکردن تا وجدان میگیرن درباره کی گپ زدی درباره فراو مرکل درباره صدر اعظم آلمان گپ زدی اون روز در پارلمان تماشا کردم او در اون جایی که مردم میشینن در همون جا شتگی بود بعد اینجا پرزیدنت آلمان گفتش که گفت هیچ غم نداره گفت شما در همون جای مردم هم بشینید شما در اینجا خوش میایین یعنی که ما خوشحالیم که شما را میبینیم نگاه که یک آدمی که این مردم به خدا یک آدمی که زیاده ای 16 سال حکمرانی کرده یک خونه 4 خونه هست زیاد نداره امروز میتونه که بیاید در بیرون بدون اینکه یک نفر قفوش بروه میتونه که بروه از مغازه چیز بخره و در پارلمان آلمان در بوندستاگ وقتی که من دیدم در جای همون جایی که مردم عادی میشینن تماشا میکنن که چی گپ میگذره در پارلمان در همون جا نشستگی بود و پرزیدنت آلمان طرفش گفت که شما فراو مرکل مایه فخری ما هستین که در اینجا هستین شما نگاه بکنین که یعنی این حکمرانی حکمتداری دوستای عزیز کدام نفری باشه نباشه امروز هست فردا نیست
شما تمرکز به سر یک نفر نکنین. امروز یک نفر هست فردا نیست. بسیار مردم اومدن از چی ناراحت میشه؟ از اینکه فلان نفر مثلا اومد مبارزه برده شده است، یکی که بس میکنه میگن تمام همه دلخنک. نه برادر عزیز، همه نفرایی که در مبارزه هستین در سیاست هستین بدونین که در دنیا همه چیز عوض شوه و همه چیز عوض میشوه. ای رحمانه که ای شیک ای تربزدز نترسین، انشالله همش خوب میشوه. یا چیزی که باقی میمونه، همه ما میریم میویم و دولت باقی میمونه. توجیکستان صدها هزارها سال است که همون منطقه توجیکستان هست. این شاه میره، او میاد، ایش میره، اوش میاد، نه که اونجا میمونه. که دسترونه که بطی یک خیلی بیای حکمرانی کنی دولت یا تابع برای که فردا با نکی یاد بکنن. اونم زنم رفت اینم خدمت چکه در 16 سالی که او خدمت کردگیش، از اگر مقایسه کنیم در 16 سال چقدر اکونومیکای او کشور برداشتگیه. در سال 2019 بود و والله علم 30 میلیارد یورو ای بودجه کشور ای حاصلش بالا درآوردگی بود. بعد که موجود روما 30 میلیارد ای سال ای او مثلا اما چیزش نرمایی که داره، مثلا یک کشور اکونومیکش 100 میلیارد ای یا تریلیون ای 30 میلیارد چخل درآمدگی خشن فهمدگی نیستن. همه قدر سولده این قدر خدمتی که هم آدم کرد، امروز رفت تمام مثل دیگر آدمان شهروندان دیگه عادی، نه پیشوا نه پسوا نه دمدار نه شاخدار، در حالی که رحمانوف والله قسم میگم که یک سال هم فقط میره که خدمت کرده دستی سالش دستاورد رحمانوف اگر مقایسه کنیم با یک ساله هم صدر اعظم آلمان برابر شده نمیتونه. چقدر کانترکت هایی که مثلا در تریلیون بستگی بودم در دوره رهبریش. رحمانوف چیکار کردی؟ اردن رفته، اردن هم میگه که ما شما را آب میتیم. و تا اول مردم خطا بوده اردن تاجیکستان چند فاصله داره؟ مردم تاجیکستان آمد را میخوان، البته در اردن مردم بعدا کسی که ما شما را آب میتیم. اینه به عقلی پریاگ رئیس جمهور. دیگه برادر جان بگیم سخن روز نکنیم، ما اجازه بدیم دیگه را صحبت کنیم. یعنی صحبت های خوش شما را برادر عبدالحی ایشانی خلیفه‌ای، برادر ما ایشانی خلیفه‌ای و ایشانایی که در اینجا ایشانایی که گوش دارین، این امیرم ایشانای، این ایشانی خلیفه ایشانی عبدالحی. به خدا وقتی که هر وقتی که می ایشان میگم قند ابزن هم یا ایشان هم دست که به نام ایشانی میوره مبارزه برا نمیخوام تعریف کنم، تعریف نکایسم. مقصد من فهمونده ایستادم که از شما استفاده برای اینکه مردم بفهمن. ایشانا امروز میگن که شما را احترام نمیکنن، میگن که ای مردم دعاگیریشو کم شده است، میگن که دیگه احترام نمیکنن. ببین برای چی؟ به خاطری که شما را در قطار دیگه مردم چاپلوس شدین، شما را ای مبارزه دست کشیدین. به خاطر چی پدرها و بزرگای شما را احترام میکردن؟ به خاطری که در وقت شوروی حتی برای نماز انسان‌ها را دار میزدن، انسان‌ها را ترمه میکردن 10-15 سال. ایشانای شما در وقتش در مابین پخته ها نماز میخوندن، در مابین پخته ها نماز میخوندن ایشانا. امروز ایشانا نه که در مابین پخته ها نماز میخونن، امروز ایشانا در مسجدها در منبرهای اومده رحمانوف تعریف میکنن. عیب است، به خدا شرم است، شرم است ایشانا. بفهمین همین چیزا. تشکر ایشان خلیفه. یگو برادر دیگه صحبت کنه شما بستین در میجا، اون برادر دیگه باشه ان شاء الله در خب ان شاء الله. فرمو برادر سلام علیکم. ابو دیگه ممکنه گپ زنیم؟ فرمو برادر جان فرمو. چه خیلی کم برادر ایشون قید کرد، گفت دیگه دولتو در مقصد او وعده میته در توجیکستان او نیست. این گپ حقیقت داره. والله قسم در توجیکستان او اکو ساتل قطی میکشن، ساتل قطی او نیست. او پرابلم ای ام کانالو را محکم میکنن، او شکو و ابشه مردم او نمیوه. یک انا مقصد به خاطر چی گفتستیم همین گپورا که این گوسر ما در 30 سال میدونین یک پیلوس کردگیه. شما نمیگین نمیگن فرمایید. این همو دیگه سویت نمیخیزیم نمیکشیم گریون نمیکنیم، خودش میکشه خودش گریونش میکنه. همین قپیلوس کردگیه. لیکن این گوسر کو در دنیا
мо муҳоҷирем дар Россияем. Дар Россия мо вообще мурдани света баёд надорем. Вообще мурдагӣ нест. 10 сол мешавад мо муҳоҷирем, надидагем, вообще мурдани света надидагем. ӯ одаме ки биромад 9 соат ба ман басанда аст гуфтку, ӯ ҳам кадом чоплуси буд, просто бародар намондем як қатиш суҳбат кунем. Грех рафт, интернетш заиф мегреза, хеле дар кор нест. вақте ки як нафар метарсонӣ, имрӯз ина бигзорен ҳозӣ аз ҳамин 800 нафар, аз ҳамин 820 нафар ки ман дида истодам, оё ягон нафаре нест ки тарафдори Раҳмонова кна? Мардам, ягон нафар ҳаст ки тарафдори Раҳмонова кна? ҳамин 800 нафар на тарсонен шуда биан тарафдорӣ кунанд, мо дар суолош ҷавоб бидем. шояд ки онҳо надонанд, шояд чашмои онҳо кур бошад. вақте ки инсон залолат курш мекунад, дигар дида наметавона ҳақиқата. танҳо ва қуллаҳу қавлан маъруфо бугӯ, фақат ба қавли хуб ба гапи фаҳмо бифаҳмонаш. ҳо мо дилмон девона мешавем худмон ки вақте ки як одам не, ӯ бародаре ки гап зад, ӯ 100% мефаҳмад чӣ гуфтеста. ӯ дидагия 100%, просто як кунвардори ҳамоа. одам инам мефаҳмидага чоплус фарқ мекунад. Одаме ки фарқ мекунад, бале. Одаме агар хов боша, мен нафаре мегӯям агар хов боша, уна бедор карданаш осон ай. Не ки нафаре ки худша ба ховӣ дохтагӣ боша, та агар ҳар қадар бизанам ӯ бедор намекунад хича, вале ки ӯ худаш хича ба ховӣ дохтагӣ, ӯ хов нест. Бале, ӯ гапҳои ӯ маълум буд ки ӯ одам 100% фаҳмидаиста чӣ гуфтеста. Медонад дар дунё чи ай. Мега ки дар ҳамаи дунё ҳамин проблема ҳастай. Дар кадом дунё свет мурӣ ҳастай, дар кадом дунё қимати продукта қимат шидагиай, дар кадом дунё шидагиай. мо хомӯшкунӣ дар кишварҳое ки мо зиндагӣ мекунем 100 сол шид бебарқӣ дидагӣ нестанд ҳамин мардум. бале, рост мегӯ. яъне бебарқӣ барои ин мардум ҳатто дар суол наместа. ман гуфта истам, ҳамин бародар Абдулҳай гуфтам ба тамошобинони азиз ҳаматон ки мо имрӯз нишастем, ман дар Аврупо, хуб ин бародар Абдулҳаям дар Аврупо, дар хиди Лондон ва ин бародари ҳам дар Русия. аз компютере ки амрико сохтааст, аз камерае ки ҷопон сохтаасташ, аз ин чизҳое ки аз ин чироғҳое ки олмон сохтааст, аз ҳама ин чизо истифода мебарем ки танҳо ба хотири барқ гап занем. ба худо ки шармандагие, бародари азиз, шармандагие ки мо имрӯз дар бораи бебарқӣ гап занастем дар асри 21, дар садаи 21. имрӯз як фарзанди тоҷике ки ба мактаб меравад дарсошо тиёр карда намедонад ба хотире ки бебарқӣ ай. охир вақт мегӯянд ки бо баъзеҳош мегӯянд тобакам баъзеҳош мегӯянд ки баъзе ҳамон домлаҳое ки таъриф мекунанд мегӯянд ки худоро шукр ки нест барқ, мегӯянд худоро шукр ки барқ нест. мегӯ барои чӣ? барое ки кӯдако китоб мехонанд, дигар гуноҳ намекунанд. ин ношугид охи ҳамон кӯдак агар дар рӯз 2 соат света бигирад, ама пеши телевизор вақтша мегзаронад, бо ӯ 22 соат дигаша интизори барқ мешавад. як чизоеро далил меоранд, охи як чизоеро далил меоранд ки имрӯз не ки аз ҷиҳате ки ҳамо масалан як аз тарафи дига гапиш ҷон дора ки ҳамо худоро шукр ҳамо свет неста, ҳами кӯдако ҳамо афти хини ки ҳам пешаворро намебинанд, тамошо мекунанд, агар гуноҳ уриж мемонад, холи мемонад мақсад. ҳамо шайтонро тамошо кунанд. имо кор даст гирифтаган. ҳамин телевизор гирён шид 1.5 соат то ҳамин барқ хомӯш шида накун. дар бораи қадим канале ки одам бидурояд дар бораи Эмомалӣ Раҳмонов гап рафта истодааст, ним соат барои мардум мемонад ки ҳамун ним соат ҳам хуб наметавонад истифода бурда, ба хотири чӣ? Ба хотире ки қулаи барқ кам ай. одамо имрӯз кишварҳо дар мардум оппозитсияи кишварҳо, ҳоли Тоҷикистон масалан баъзе мардум фикр мекунад Тоҷикистон оппозитсия дорад. Не, бародар, Тоҷикистон оппозитсия надорад. багаи Тоҷикистон масалан ҳами ҳамаи кишварҳо оппозитсия дорад. масалан ҳамин парлумоношон ҳамашон масалан оппозитсия доранд. ҳукуматум Олмон, Фаронса, Суед, Норвеж, ҳамаи ҳамино оппозитсия доранд. дар соли 2016 буд балло алам ё 18 буд интихоботи чӣ буд? ҳамн президентиш бигем, аксари кишварҳои Аврупои чи сарвазиро истифодаш раҳбаришон мекунанд. номаш ёдам рафт. Сарвазири Норвегия қабла интихобот я мошина гирифта, мошини такси
خودش در پشت فرمون شتگی در درون اصلا پایتخت کشیده مردم چقدر زنگ بزن تاکسی فرمایش میتی میان نفرا برسه در چشمش عینک موندگی خیلی شتگی بود بعد مردم رو سوال میکنه خیلی همه در تاکسی هم مثلا همه نمود قش جامعه تاکسی زنگ بزنه که دکتر معلم انجینیر برای هر نمود آدم تاکسی زنگ بزنه که در تاکسی هر نفر که میشینه میپرسه که اوی مثلا نموی سروزیر نروژ چی گفتنی نظرت چی خیلی منفیه مثبته خودش تنها فقط یک کمره جمع این نفر چی میگن نفرها میگن مردمی که امروز پیش میره وگرنه ما اگر تاجیکستان پایان رفته خیلی گپ نیست یک کشوری که دیکتاتورای کشور دیکتاتوری اگر همش نفتم باشه تیلور هم باشه نقره هم باشه هر چیزی باشه او برای مردم دسترس نیست ما امروز میتونه هزارها تا مثال ببریم پوتین برای همه دسترس است شاه سعودی برای همه مردم سعودی دسترس است ایرانش برای مردم دسترس است ترکمنستان دسترس است کشورهایی که دیکتاتورن دیکتاتور فرق نمیکنه اگر تریلیون هم داشته باشه برای مردم دسترس نیست نداشته باشن دسترس نیست اما یک کشورهایی که مثلا مردمی ای برای مردم دسترس ای پرزیدنت ایسلندیا خونهش زبار نداره چون نمیکنه برای چی در بین مردم عادی زندگی میکنه برای در وقتی که رهبری صدقاً میکنن نمیترسن ای مردم این همه حوزیمان در بین جامعه آزاد میگردن برای چی نه نون یک کس خودم نه یک کس زنا کردم نه یک کس غیبت کردم نه در مال یک کس خیانت کردم اگر جنایت کردی باشی ایدار برو مادی ترزرزا او کاپیتان او دیزیدن او تشید او یک کس دنبالم گشتی است یعنی این جنایتکار نیست رحمانوف جنایتکار برای همه مردم میترسن مردم میگه 97% مردم طرفدار ما من انتخاب کرده تا همین 3% میترسی تو باید که تمام توجبخش چیا ژورنالیست را همه چی برای مردم آزاد بگذاری مخالفا را آزاد بگذاری در حاجه مرحمت بدروی در پارلمان بدروی اشتراک کنی مردم تحقیق باور داری که 97% که تو میگوی که مردم انتخابت کردن اگر واقعا داشته باشه من 100% گارانتی میتونم که این برعکس های همین 3% اولادی انتخاب کرده گه 97% نیست برادر آنچه میکرفان خاموش های اینا رو نه تنها همون 3% مردم رو بخت و طرفداری وارو نمیکنن اینا امروز یک خارش ملت شدگن که دیگه یعنی به فور نفر در تنت هست که باید خیلی وقت بگذره که توی را توبت کنی به همون خاطر من فکر میکنم برادر عبدالحی که ایره دواش رو یفتن نرکور همین مردمه که حرم میخرن امروز شکمودم که دیگه حرم میخرن اینقدر مثلا زمین رو در مردم فروختن او پو همه چیز برق مرد تمام چیزی رو در مردم فروخته امروز افروخت نه همین حکومت رحمان چکیده سیوراشون همیا میخوان البته که رحمان بوش داده دسته فویز همیا میدوره یک کسی که دزدن خلابان فکر نکنم که همین 3% مردم خیلی زیاده یعنی من فکر میکنم که بله چاپلوس ها هستن اما حاضی اگر دیده باشین خونده باشین در اخبار حاضی دانشگاه ده 1 ساله در مکتبه یا که کورس پیشوا موندگی هن 1 سال میخونیش در اونجا بیرق پیشوا رو میگیری تمام دیگه مکتب پیشوا و 1 سال فکر میکنم تقریبا میخونن بعد از اونجا دیپلم میگیرن که در مکتب پیشوا در خوندگی متاسفانه یعنی تا این درجه رو مردم ما رفتگی که باید در مکتب پیشوا بخونن ما امروز در این باره میخندیم میگیریم گپ میزنیم ای مردم به خدا که برای ما خنداور است با دردآور هم هست که نه یک دردآور که یک گلبان اومده است تمام ملت احمق کردگی مردم خپ یگون گپ نمیگه آخی خنده اون برای ای که ای آخی بو مسخره باز ای این مسخره باز حقیقی همو ای گفتم برادر عبدالحی که آخی میورم خودم تنها در کوچه گشتن میگیرم نه یگون دفر در کار دارم نه هیچی به خاطر نه به یگون کس خیانت کردم نه چیزی یگون کس زدم نه خونه یگون کس زدم چه خیلی که فونا میرم
با مردم صحبت میکنیم. امروز رحمانوف که تمام مال دارایی ملت دزدیدگی امروز میترسه که خودش تا قبر. شما نگاه کنین که وقتی که در بدخشان رفت قنش رو بزنن به خدای مردم. همین وقتی که در بدخشان رفت مردم بدخشان نه اومدن پیشش، 4 تا کودک آوردن، 4 تا کودک مجبور آوردن، باز هم همون کودکا را زیاده 150 نفر رحمانوف نگاه میکردن. بودگور رحمانوف ای طرف میدن ای طرف میدن. آخه بعد کی در کاری تو در مبین کودکا؟ اینمی خیلی اگر مثل مردم مثل که در بدخشان کردن اگر در دیگه جای تاجیکستان کنن، رحمانوف دیگه شرم میداره. وقتی که از بدخشان اومد قریب که 1 ماه کسل خوب رفت. برای چی؟ برای که پیروز نگرفتن. ای مردم این قدرت بسیار چیزی سخته. اگر این انسان خوب نتونه استفاده بره، این همون خیلی میکنه انسانا که دیگه پیش نمیبینه. امروز اگر رحمانوف در یک جا گپ بزنه همین مردم یگون کار نکنه، در گپاش چخ نزنن. اگر په همین شب اومد اگر دلش نزد که من چیزی شده باشم، اینمی مردم همین قدر غیرت کنن که در گپاش چخک نزنن. همین خیلی که هاهاش نگن همین گپاش کو رحمانوف میاد دلش میزنه. اینمی غیرت برای مردم مادر کاره. به خاطر ایره حکومت ایره دولتداری همون قدر کور کردگی که ای اگر ببینه که مردم ایره دیگه قرصک نمیزنن کو تلخش میکفه. هیچ چیز دیگه در کار نیست. رحمانوف او قدر مشکل نیست از بین بردن. تنها این همت بلندی در کاره که یعنی این مردم در وقت در جو میشنه کنیم همه مردم دیگه قرصکش نزنن تمام. یعنی میخواد کار بسه. هنگ چی دیگه بردمان چرا در زمانی که در زیلو بودیم کو بعد سرخک سازک بود کو او دام تولور چشتگی مردم سرخکشون کار نمیکنه فقط سازک میگم که رحمانوف چی گفت نگو باید سازک مونه سرخکشون کار نمیکنه 1 دونه نفر سرخک مونه تموم رحمانوف نمیبره سرخک مونه کو ده همین یک گپ زنیش همین یک قطار مردم اگر قرصک نزنن برادر عبدالحی کو باورم که کی میایه رحمانوف در خونش کو دلزنک میشن میگه چای کبوت بیارم میان چای کبوت همون شلنگ قد دانش میمونن میرزن خیلی که یا میده دولین پاس شود دیگه این چیز هم کارش نمیده. آخی بدون شوخی این چیز در کار نیست. شما در کار نیست کلاشنیکوف بگیرین، شما در کار نیست که بگین که تانک داریم کلاشنیکوف دارین این گپا رو نگه. این چه در کار نیستن. شما همین رحمانوف در گپاش قرصک نزنین کو تمام. یعنی مثل همی که یک تیر در پیشونیش زدگیم. همه خیلی نیست برادر عبدالحی. احسان باور که با یک کشور دیکتاتوری میبینی اصلا رحمانوف دیکتاتور نیست. رحمانوف یک دزدی نامرد. او دزدم اگر دزدم بگم او 100 بعد دزد مقایسه کردن دزدا را تحقیر میشه. رحمانوف اصلا هیچ چیزی برابر کردن نمیشه. اگر با دیکتاتور رحمانوف برابر کنی دیکتاتور مثلا آقای گیتلر بود، خدا رحمتی گیتلر بود که این مردک یک چیزی برای آلمان ساخته بود. این دیکتاتور میگم. یا دیکتاتوری که اگر ما سی جین پینخانه اونم کره شمالی اونم را اگر دیکتاتور بگیم کیم چن اون او پدرش کیم چن اینه. اما کیم چن اون هم نگاه کنی اونم مردک کشور دیکتاتوری مردم قپیدگی در درون نو داده تونسته سای سلاح هسته‌ای ساختگی سلاح هسته‌ای ساختگی مردک وقتی دیکتاتور سلاح هسته‌ای کشتل آمریکا را قپیدگی دیکتاتور هم که باشه نگاه تا کجا رفتگی. یا اگر ایران ها بگیم کشتل آمریکا یک از کشور ابرقدرت جهان کشتل قبیدگی مردک در عوض دیکتاتوری که مثلا اکونومیکش به برشگی نباشه حسابی وین خچک پرقدرت کردگی ای که حسابی چی رحمانوف والله اینم ارتشی که این طالبای کو تای شلوار میرن رحمانوف لاغت چپ میکنن تای شلوارشون قتی به تانکا یگم ارتش رحمانوف در یگم ارتش دنیا رحمانوف گذاشتگی نیست. یگم اکونومیک هم آسیا میانه رحمانوف گذاشتگی نیست. هیچ چیزی هم آسیا میانه رحمانوف گذاشتگی نیست. فقط رحمانوف یک چیز گذاشتگی دنبال حافظی این دنبال حافظی در آسیا میانه همه یکم رفتگی یک هیئت گرفت بالا در فرانسه کنسرت داد
او فرانسوی میدونن که برزگوی بیش نیستی. اگه باور کنی نکنی که همین مردم هم آوردن اگه نشان دادن مخالفین بود که اینا دیدین در همه جایی که شما وایما میکنین که ما در اروپای ما در همه جا آوردم کنسرت من چیزی که میفرام کارو میکنم میرم نه که هیچ نفهمید او کی رحمان فرانکی ای رحمانوف این مردم مثل خودت نیستن باور کنی نکنی رحمانوف کو اولی باور میکنی روش میشه این مردم جشتگی کتاب و دفتر قلم و سوگن به قلم خدای سودن فهمیدی همین که برنامه ریزید که هستن کی من خیلی مثل چی دونه گفتم خیلی چی میگن کو پاس گریون میشه کنم خیلی روزم تا میمونن تا دنگ است میزنن گریون میشه دیگه یگان چیز فایده نمیکنه بدون شوخی ان شاء الله رحمان در سال آینده می یکم ترک کنیم و یک سر بازونو بخیزیم ان شاء الله رحمان دیگه در آینده فقط یک جا میتونه رفته اون کشوری هم اسنگی هم پارتنرش همونجا رفته میتونن گرت همون دیگه رحمان په اکسیژن شده تمام روی دینو محکم میکنیم ان شاء الله اکسفورد درس نمیته برام ان شاء الله یکی در اکسفورد فیروز کنه که بیا درس بده همچون معلم رحمان در دانشگاه اکسفورد 100 سال اخیر یگام تاجیک داخلش دیگه نیست خیلی اکه عزت همون در اونجا درس میدون بعضی مردم تعریف میکنن خوشم خیر یا چی را ممکنه برادرو بگیم همین لعنت کرده الله همین رحمانوف کو میدونین چیکار کرده یکمین درجه اول پرزیدنتی 4 سال بود правильно برادر 5 سال بعد گرفت 5 سال بود بعد گرفت 7 سالش کرد اینجا عیب کنلیسکوی خود منامست کنلیسکوی کی گردشده خیلی داغالونه بخشیش نکی کو اما کنلیسکو وقتی 7 سالش کرد خط کردن باید همونجا همون دپوتاتو کو باید میگفتن این خیلی نیست در قانون این دنیا نیست ایزا کن که 7 سالش کرد بعد 7 ساله گرفتش یک عمره کردش خب سال اوزی سویت کشی ما در همون یک خیلی دامش میبرویم میگه که ای شما سال 90 میخواییم میگه سال 90 ما کلانتر بدیم باید مناسته بخدا قسم سوید نمیمون توی میشید معرکه میشید بقا میکشتن در توی معرکه بقا میکشتن بخدا سری بده خیلی کشنگی نبود سوید کشی نبود من باید ماست در مسکوسکی سوید کشتگی بودم در یک معرکه رفتن سوید کشه گوش بریدن که سوید مورا چی با میکشید این بخدا این ما حیران موزی تا همین درجه را دیوز شیده موندگی ایدن خلقی ترسون چکی و شگب نمیزنه وابشی ما میگم برادر مانشهر اگه نفر دیگه هم باشه اگر برس روی صحنه صحبت کنه یک نفر دیگه هم اس یتیموف است و ان شاء الله با اون رسیده که ما یک 5 دقیقه برنامه ما میرم و ما خارج میشیم راستی قریب که زیاده از 3.5 ساعت میشه که با شما هستیم ما تشکر میگم و افتخار میکنم به همه شما دوستای عزیز که امروز در برنامه ما فعالانه اشتراک کردین و باز هم بخش میپرسم اون مشکلات تکنیکی که داریم الان و چارکنجه‌ای که در روی ما میبینین انشالله این مشکل رفع میشه و چون میخواستم که از اول برای شما یک بگیم که نوارهای خوب درست بکنم که شما بتوانید افیر در تلویزیون های خود تماشا کنید به همون خاطر مجبور شدم که 4K دیجا بزنم که بسیاری ها شکایت کردن که در تلویزیون ها میخوان تماشا کنن و نمیتوانن که کچ خوب داشته باشن به همون خاطر انشالله با هم از خدا که کوشش میکنیم در برنامه آینده موضوع نو خواهند بود و با شما صحبت خواهیم کرد و تشکر به تک تک شما که کلاس گذاشتین و بازپخش کردین و من یک 4-5 نفر در کماند خود در کار دارم نفرایی که میخواهند در یک کماند کار کنن خواهش میکنم که در تیم من کار کنن در کامنتاری ها بنویسن یا که در اینستاگرام در فیسبوک بنویسن بگن که چیکار کردن میتونن و من میخوام که برای برنامه سوگند با قلم و برای دیگر نوارها با بعضی برادرها همکاری کنیم برادرای نو انسانایی که در مبارزه هستن نه از اون نفرایی که نو هستن میخوان که برای مبارزه بیان هم یک تعلیمشون میشه هم ما را نفر پیدا میکنیم که
بعضی کارا را بکنن و برای اونها میشود. و تشکر به هر یک نفری که دیگه صحبت کردیم. خواهش میکنیم که دفعه دیگه زیادتر داخل شویم، زیادتر گپ بزنیم. و امروز متاسفانه اگر مادر تاجیک گپ نزد، شاید که ما کمک دیر برآمد میکنیم و هر اون نفری که فکر میکند وقتی برنامه کمک دیر است پخش کمک دیر پخش میکنیم، میتونیم که فکر عقیده خود بنویسیم و خواهش میکنم که همون نوارهایی که من میکنم برای من اهمیت زیاد دارن درباره زبان، درباره آینده ملت و چیزهای مهمی که برای شما میگم، همون نوارها رو تماشا کنید. نازی مثلا درباره نامش چی بود، سریا قاسم و نوار کنید، در 3 روز 100,000 تماشاش میکنه. همین نومی زبان نه استیل درباره فرهنگ گپ زدی، 3,000 زیاد آدم تماشاش نمیکنه. من خواهش میکنم که خواهش میکنم که نوارهایی که زیاد درباره معارف و درباره آینده ملت هستن تماشا بکنین. و خب گفتنی ها زیاد هستن. انشاءالله ما هر هفته روز پنجشنبه با شما در تماس خواهیم بود و با شما صحبت خواهیم کرد در این برنامه سوگند به قلم که برنامه خود شما است و من هم به خاطر هر یکی شما در اینجا هستم که با شما صحبت کنم، با شما حرف دل شما را بشنوم و ما به یک خلاصه بیاییم که این طور نمی شود و میخواهیم که یک زندگی دیگری داشته باشیم. و باز هم همه شما را خوش آمدید میگم و تشکر زیاد به همه شما که در اینجا هستین. ایشان عبدالحی خوشحال شدیم از دیدن شما. خوش آمدید به برنامه سوگند به قلم و از همه مخالفین دعوت میکنم که برنامه سوگند به قلم برای یگان کس بستگی نیست. همینجا داخل بشین، دست هم بردارین، انشالله که داخل میشین، صحبت میکنین، هم صحبت میشویم. انشالله که برای آینده ملت یک فکری خواهیم کرد. و خب هستن نفرایی که با یک چند سخن کنه، اگر نباشن در اینجا برنامه به انجام برسونیم. یا برادر ایشانی خلیفه عبدالحی صاحب اون گپ دارین؟ من با اجازه شما من مرخص میشم، شما دیگه با مردم خداحافظی کنین. ما میگفتیم ان شاء الله که اولی برنامه تا برات موفقیت میخوام، دیم برنامه هم اول موفقیت میخوام ان شاء الله که این امیدوارم که به اجرا میرسی. واسه ما هستیم امروز برادر. تشکر زیاد برادر عبدالحی و تشکر به تک تک شما دوستان عزیز. خداحافظ، خدا نگهدار باشه. بله برادر، سلام علیکم. خدا نگهدار تو باشه برادر، برادر اس یتیم و همه نفرایی که در اینجا هستین. امین شما داخل شین، اگر اون گپ داشته باشین صحبت کنین، نداشته باشین ما برنامه ما بعد. و بعد یک چیز دیگه برادرای عزیز که در اینجا هستیم، یک چیز دیگه برای شما بگم که اکثریت از من خواهش کردن که بعضی از کلمه‌های روسی را استفاده برد، چون که بعضی از کلمه‌های تاجیکی گفته میشن مردم ما متوجه نمیشون. و بله ما امروز اکثر جوان‌ها، اکثر همون مغزهای درستی ما در روسیه هستند و ما هم کوشش میکنیم بدون کلمه‌های روسی و من هم میتوانم بدون کلمه‌های روسی برنامه‌های خود را پیشنهاد بکنم و صحبت بکنم، اما بعضی چیزهایی هستند که به خاطر اینکه فایده آور باشن، یعنی برای مردم فهمو باشن، فکر نکنن که ما میخواهیم که خودمون نمیفهمم صدرالدین عینی بتراشیم، رودکی بتراشیم، به همون خاطر به همون لهجه صحبت میکنیم که مردم بفهمن. اما خواهش میکنیم که از همه دوستان که در فکر آن شوین که زبان مادری برای هر یکی ما و شما در کار است. من همین آخرین نواری که کرده بودم درباره زبان مادری، این بسیار نوار خوب است، تماشاش کنین. تنبلی و ضعف مردم ما در زبان مادری، این یک نواری هست که شما را می آموزد چطور باید شما صحبت بکنین و در آینده اگر ببینیم که شما طرفدار چنین نوارها هستین، کوشش میکنیم که برنامه‌ریزی بکنم. با اون معنای نه که مثلا من با علیم شما باشم، نه، یعنی شما با ما باور میکنین، با من باور میکنین که من تماشا میکنین، شما باور میکنین، طرفداری میکنین. و از اون برادرایی که امروز در برنامه پل گذروندن تشکر زیاد. برادرایی که از روسیه و از دیگر کشورها در برنامه پل گذروندن، برای همه معلوم است که در اینجا میتونین شما سرمایه گذاری کنین. شما برای من سرمایه گذاری نمیکنین، شما برای ملت سرمایه گذاری میکنین و هر یک شخص شما در اینجا میتونین که آنلاین میگن مثلا پل بگذارونین او فقط به خاطر میکروفون. این مثلا همیازی که
همین برای همین افیر زیاده از 300 یورو همه همین چیزا رو خریدم. یعنی الحمدلله دارم میتونم خریده و اما گپ دو است که وقتی که من میبینم که از طرف شما باز هم طرفداری هست، حتما که باز دل آدم که شاتر میشه میگه که خی الحمدلله که برادر هستن طرفداری میکنن و اکثر همون مردمی که همون مردم بویایی که در تاجیکستان با پل انسان خو میکنن اگر پیشتر فکر میکردن که باید در سر مغزهایی که میتونه یک جامعه را آباد کنن در سر آنها سرمایه گذاری میکردن، میدونستن نکردن از خاطر خستگیشو، اما حکومت تمام بویگری آنها را گرفت، تمام پول دولت آنها را گرفت و از کشور خارجشون کرد به خاطری که آنها همه خیلی است. یعنی شما نگاه کنید دوستای عزیز که در کشورهای پیشرفته دنیا تمام مینیم مردم پولدار، مردمی که پول دارن همیشه کوشش میکنن که در یک مکتب کمک کنن، در یک جای کمک کنن که در آینده برای نسل آینده او کمک اونا میرسه. و همون خاطر و ما از کسی رم خواهش پول ندارم که با فکر نکنه که ما خواهش دارم، نه، و هر کسی رم که امروز گذران تشکر زیاد. انشالله که کوشش میکنیم همه مخالفین برادرای عزیز ما همه نیاز به کمک همدیگر داریم، چی کمک معنوی باشه، چی کمک علمی باشه، چی کمک بگیم که پولی باشه، هر چیزی که باشه ما با یکدیگر با یک جایگی میتونیم که برنامه خود آماده بسازیم برای بعضی تجهیزاتی که در کار میشن در آینده که باز هم خوبتر بتونیم که راه خود دوام بدیم. انشالله باوری کنین که این حکومت کمش موندگی خدا حافظی همه شما باشه.